در آوان اخیر خوارج ها دارند زبان درازی میکنند، تکفیر میکنند که الله و رسول نکرده است، تکفیر بالعموم میکنند. همه مردم، همه مسلمان ها را در نزد اینها علامت ظاهری به مانند نماز یا به مانند گفتن لا اله الا الله، این یک شعار اسلام نیست. به همین شعار هم تکفیر میکنند. نمازخوان را هم، لا اله الا الله گوینده را هم، و هر کسی که تکفیر مثل اونها نکرد او را هم تکفیر میکنند، آزری میگن. که این البته تکفیری هست که در اساس قاعده ساخته و یک تشریع ساخته خودشون هست و مخالف به قرآن و سنت است. یکم مسئله دوم این است که این نابطه های عصر، خوارج های عصر، نابطه عصر یعنی این مویچه های عصر، امروز یکی از منهجشون انا همین تکفیر امام ابو حنیفه رحمه الله شده است. شب و روز مردم در انا همین موضوع اختبار میکنن، میگن که ابو حنیفه را چی میگویی؟ میگن معروف است که امت اسلام همه میگن که ابو حنیفه رحمه الله. ابو حنیفه انسان بودند، امامی، یکی از امام های بزرگی مسلمان ها بودند. بله انسان بودند، خطا هم داشتند، درستی هم داشتند، لیکن در باب ایمان و در باب اسلام با ایمان و با اسلام وفات کردند. سلف صالح همچنین حکم کردند، وفاتشون با ایمان اسلام بود. و رحمه الله میگن. ما هم همچنین. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله میگه. اما این نابطه های عصر، خوارج های عصر میگن که شما کافرید، ما رو یا همه مسلمان ها رو. برای چی؟ برای که میگن ابو حنیفه کافر بود، شما کافر رو مسلمان گفتید، کافر شدید. امروزه صحبت ما در اساس خواهش من نه، در اساس خواهش یکی از یعنی آدم های عادی، یکی از جوان های عادی تاجیکی که فریب خورده خوارج ها شده است، یکی از جوان های مسکین تاجیکی فریب اندیشه ها و روش های خوارج شده است. او به واسطه دیگر برادرها گفته است که من میخوام در همین موضوعی که تکفیر ابو حنیفه بحث کنم و هر کسی که ابو حنیفه را رحمه الله میگود در این باب هم او را تکفیر میکنم و بحث میکنم. و ما چخیلی که منهج ما همین است، چخیلی که ما یک چند سال است میگیم، خواه عالم باشد، خواه یک انسان عادی باشد، ما همیشه اگر با آداب و با اخلاق صحبت کند، اگر چه علم نداشته باشد هم با آداب و با اخلاق صحبت کند، صحبت میکنیم و حجت ها را عرضه میکنیم. و همه شما، مقصد ما شما هست که شما باخبر شوید، از خوارج های حقیقی باخبر شوید، از منهج بی علمی اونها باخبر شوید و از منهج ما باخبر شوید که ما در وسط هستیم. از یک طرف جهمی عذری است، از یک طرف خوارج است. و در باب امام ابو حنیفه هم کشمکش ها خیلی زیاد است. یک نقطه انیق و دقیق گذاریم. تا امروز بسیار انسان ها مثلا در شبهه هستند که سلف مثلا در باب ابو حنیفه چی گفتن، چرا یک قسم علما گپای سخت زدند، چی بود چی نبود. این کشمکش خواهد نخواهد می شود. لیکن ما این مسئله رو به خاطر برادران و خواهران موحد نقطه گذاری در اساس علم و در اساس منهج و در اساس اقوال سلف صالح میکنیم. بارک الله فیکم. برادر میگن که آمد بالا کنید. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طالب کیف اومدن؟ خیر امید بدرستیم. اوستون ابو عمر بیزی بس. بله بالا کنید، بالا کنید. بالا کنیم برادر. بالا شد. همین است بالا شده. بفرمو. ترن ابابیل بفرمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفرمو. الو. بله بله
بفرمایید. باران ابابیل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يا محمد من أصحابي إمام أبو بن موسى عليه السلام به هم بر دعوت به سوی فرعون روان کرد. فرمانشون داد که فقول له قولا لی. شیخ اینترنتش ضعیف است. به فکر من اینترنت ضعیف است. تهران ابابل گوش بکن. صدات نیست، اصلا صدا وجود ندارد. بالا کنیم خودش رفتم والله الان. بله شیخ. بالا کنیم برای فهمونین، همین به فهمونین که همین که سیوی از داشتگی و همین به رسونین که آوازش نیست. اول برایت اول خودش کمتر شناس کند، آخر اول گوید که در کدام موضوع گاو میخواد. همین یک بارم خیلی شپرک بر نبرد، یک بار برایت آخر یک اول گاو زنیم چک 2 دقیقه پیش از بحث گیجو شپرک شده است. برو بولو برو هستی همینجا. اینترنت سوس کن برو بگید ترسناف مشکل جاشکه بنویسیم. گوش بکن تهران ابابیل، صدات خوب اومد. اولا صبر بکن. بحث این یک بازار نیست. تمام انشاءالله. صبر بکن، شروع کنیم. مردم اینجا 300 نفر جمع شده هستند که آخر فهمیم که درباره چی گپ میزنیم، چه خیلی گپ میزنیم. این منهج است، علم است، گپ است. اینجا بازار نیست که هم خیلی غلاغوله در مدار بیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، اهل اسلام، اهل ایمان، اهل توحید، باذن الله سبحانه و تعالی همون کسی که یک چند روز قبل دعوا کرده بود که من درباره موضوع ابو حنیفه، در باب تکفیر ابو حنیفه و هر کسی که ابو حنیفه رو رحمه الله میگه در باب تکفیر او میخوام صحبت بکنم، ما هم راضی شدیم. اگرچه ببینید فرق ما و فرق عذری ها را که یا دیگر ها را، ما نمیگیم که روتک شو، پاسپورت بیار و تو چند ساله هستی، خونت درش نمیریش و بعد از این در کجا خوندی، در نزدیکی خوندی، هیچ مشکلی ندارد. هر کسی میخواد که صحبت کردن خواهد با آداب و اخلاق، ما قبول داریم، یک مشکل ندارد. آمد سلام داد، سلامش و جواب دادیم، مشکل ندارد. انا کنون بفرما، حالی بحث شروع نشده است، بفرما که در کدام موضوع خودت صحبت کردن میخوایی، بفرما کمی صحبت کن. حالی این بحث نه، حالی بعد از موضوع رو تو گفتم بعد شروع میکنیم. 5 دقیقه تو 5 دقیقه من شروع میکنیم. تمام انشاءالله. همون برادره که بزرگ رفته سخت شروع اوز مدسته. بله خب، همون برادره که سبب شد واسطه شد مثال این چیزا تشکیل کردیم، صحبت تشکیل کردیم. برادر دا گفت بودن که شما را بگه که موضوع را انتخاب کنید تا اینکه در همون موضوع انتخاب کرده چی کنیم صحبت کنیم. بعد گفت که میگه که در همون جبیات دلخواه موضوع قطعی، یعنی که کدام موضوع خودش انتخاب میکنه صحبت میکنه. گفتم خیر انشاءالله خیره، یعنی که گفتم وقتی میرم قطعا صحبت میکنیم در همونجا موضوع را انتخاب میکنیم و در همون موضوع اتفاق میکنیم. اگر طرف مقابل تیار باشه انشاءالله صحبت میکنیم، اگر نه مثلا با همدیگر فرصت میتیم تا اینکه حجتاش را جمع کند و در همون موضوع مثال قرارش رو برآورد بعد صحبت کنیم. یعنی که مقصد چیست؟ مقصد فقط مقصد خودت تهران ابابیل به من یگون دلخواه موضوع به صحبت کردن یا منهج تو دیگر است، منهج ما دیگر است؟ تو خودت کدوم مذهب به دعوا داری؟ در مسئله ابو حنیفه و کسایی که ابو حنیفه رحمه الله میگن تکفیر کردن و اینها از نام تو خودت صحبت مات بفرما. بله انشاءالله. مقصد وقت برادر همین صحبت گفتم انشاءالله تا اون موضوع را رفتن اول چند موضوعی است که ما باید طی کنیم، بعد اون موضوع را طی کردن انشاءالله با ابو حنیفه و با دیگراش هم میرسیم. لیکن تو با اوجا رفتن اولا ما باید مثال چند موضوعی که اگر چی کنیم چی میگن موضوع ما
موضوعی که ما به مردم اعلان کردیم و موضوعی که از نام خودت به من رسید موضوع ابو حنیفه و کسی که ابو حنیفه رحمه الله میگه. بفرما. انا این موضوع است. بفرما. این موضوع نبود که مثلا ما گفته بودم برادر که ما در این موضوع صحبت میکنیم یگام اشکال نداره، اما تا این موضوع را رسیدن باید یک چند موضوع ما باید صحبت کنیم. اگر در اون موضوعی که همین موضوع تا گپ زن صبر بکن. از نام خودت به ما انا همین خبر آمد و ما هم قبول کردیم. گپ یک چند مسئله هست نگو. در یک مناظره یک مسئله بحث می شود. این مناظره علمی میگن. اینجا بزرگ نه که ما یک مناظره به 10 تا مسئله کنیم. یک مناظره به 1 تا مسئله میشد. امروز ابو حنیفه را حل کن، با اگر خواهی دیگه مسئله به با بحث میکنیم. منم میتوانم 2 تا دیگر مسئله اضافه کنم. مسئله تکفیر بالعموم، ظاهر قبول نکردن شما درباره تکفیر بالعموم. اینا موضوعی است که باید اینا بحث کرده شود. لیکن اینا اول از ابو حنیفه به قد خود صحبت میکنیم. میری بعد کانترن دوسه بنام خودش طالب علم میگه کوچگی است، نور میبری در مسئله تکفیر بالعموم به صحبت میکنیم. بسم الله. ابو حنیفه به سر کو 5 دقیقه وقت میدیم. صحبت نگره برادر. 5 دقیقه او 5 دقیقه. بسم الله. مقصد قبل از این که من در این صحبت بیام، اولا میخواستم با شما در صحبت این که در دین الله حجت نیست مگر سخن الله و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولین موضوعی که من انتخاب کردم این موضوع بود. بعد گفتم در اون موضوع تکفیر ابو حنیفه این موضوع به ما یک آدم طالب علم، یک آدمی که دروازه علم خوندگی است، در نزد علما نشستگی است، انا همونها بیاد میفهمد. در حجت چی گفتنی گپ پیش از حجت فهمیدن اول علم اصول لازم است، منهج اهل سنت لازم است. اگر این مسئله بخواهی اول تو بگو که موضوع حجت از نزد کدام علما خونده که موقتی خود درباره حجت صحبت بکنی. برای همین ابو حنیفه که گفتی خبر دادی، بسم الله. موضوع را این قدر اون طرف درو دراز نکن. من موضوع را یکم طرف بودن نیستم. قبل از این من گفتم بگوش بکن. به ما همین چیز رسید، ما بار دیگر میگیم خودت شرمنده نکن. بسم الله شروع بکن. 5 دقیقه وقت به تو همین موضوع ابو حنیفه و کسی که ابو حنیفه رحمه الله میگه. دیگه موضوع ها در آینده طالب علم میبری. بسم الله بفرما. 5 دقیقه وقت. آخه برادر نگاه 1 دقیقه سخن گوش کن. من گفتم که با هم برادر که در همین جا سبب شد حاضر صدای مرا گوش کرده است. گفتم برادر تو این که ما برای تکفیر ابو حنیفه گپ زنیم، پیش از این چند موضوع است که ما باید صحبت کنیم، بعد به اون میرسیم. نه که مثلا گوش بکن. ما دیروز هم به مردم رسوندیم. از همون روزی که قطعی خودت برادر رو گپ زدیستند، انا همین چیز به من آمد رسید. اینا حل کن، بعد از این دیگه موضوع میریم. بسم الله. بفرما. ابو حنیفه را تو تکفیر میکنی و کسایی که ابو حنیفه رحمه الله میگن تو تکفیر میکنی، در کدام اساس؟ بفرما. برادر ما تا اگر اتفاق نکنیم در موضوع این که حجت در دین الله نیست مگر وحی، مثلا ما در این مسئله صحبت کردن نمیتونیم. برای که ما در همین موضوع بگم انا همین تا در درون موضوعات بگو. به من یکم مشکل نداره. تو موضوع ابو حنیفه را به ما رسوندی، ما قبول کردیم. مرحمت در درون ابو حنیفه در اساس قرآن و سنت ابو حنیفه را تکفیر میکرده باشی، بفرما. مرحمت دلیل تا بیار گمز. کسی که ابو حنیفه رحمه الله گفت، من به تو چی گفتم که ابو حنیفه را تو مسلمان نمیشموری، اثبات کن. در کدام اساس؟ همون اساس تو بگو. که تو همون اساس خودت فهمیدی، کی فهمید؟ قرآن تو چه ریسکی میگیری؟ قرآن و سنت چه ریسکی میگیری؟ با واسطه کی میگیری؟ میگویی که بجز وحی دیگر دلیل نیست. مرحمت بهترین گپت قبول است، لیکن همین در با واسطه کی میگیری؟ تو قرآن و سنت با واسطه کی گرفتی خودت؟ خدا راست گرفتی؟ از اون که فهمی تو فهم است. بسم الله بفرما. موضوع ابو حنیفه با تو یک مرتبه دیگر تکرار میکنم. من 350 نفر برای تو مشغول نمیکنم. من خودم موضوع رو گرو میرم. تو پای میکنیم میری. ما موضوع 4 روز پیش 5 روز پیش اتفاق کرده بودیم. ابو حنیفه رحمه الله در کدام اساس تکفیر کردی؟ و کسی که ابو حنیفه رحمه الله گفت در اساس چی ابو حنیفه رحمه الله گفته رو تکفیر کردی؟ آخرین دفعه به تو میگم بسم الله بفرما. 15 دقیقه تمام ان شاء الله خیره. چخیلی که تکرار کردم گفتم باید تو با این چیز تو با تکفیر ابو حنیفه باید چند موضوع که صحبت کرده شود. ان شاء الله در این سخنم برنمیگردم، لیکن اولا از شما میخوام چی پرسم که شما همین مصدر تشریح چی میفهمید و مصدر تشریح در نزد شما چیست؟ اینجا جای سوال و جواب نیست. سوال و جواب بعد از بحث، بعد خودم کتی و بین مردم کتی دیگه طالب رو که اینجا استا میکنه. اینجا جایی هست که تو دعوا کردی. شما مشکل نداره.
ما جواب میتونم برای چی ابو حنیفه کافره. صبر بکن. اگر باور کنیم خیلی بی‌ادبی هم خیلی جاهلانه باشد بحث به پایان میرسه. ما فکر کردیم که شاید اقلا هر عذری ها که نامرد یک نجس است. آخر شما دعوا از مردکی میکنیم، ما میدونیم که نامرد هستین، لیکن مردی کنین آخر موضوع انتخاب کردین قبول کردین. اومده به من سوال نتی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن البینه علی المدعی. تو مدعی هستی، تو دعوا کردی که ابو حنیفه کافر است. بینه را بیار، سوالات یک طرف گذار. بینه بیار. در کدام اساس ابو حنیفه را و کسایی که ابو حنیفه را تکفیر کردن چرا تکفیر میکنی؟ و عقیده ما همین است که تو و امثالت تکفیری غلات و در انمین اساس که بدون مناط تکفیر میکنن به غلوب و خوارجی رفتین، برای اون که عذری ابو حنیفه را هم تکفیر کرد. بسم الله بگو. خب امی شما تصدیق میکنه که هم برادر از نام شما به من رسون که دل خواه موضوعی که انتخاب میکنه در آیا صحبت کنه. شما همین سخن برادر را تصدیق میکنه که از نام شما رسوندگی به من؟ بله من گفتم دل خواه موضوع انتخاب کند، ما صحبت میکنیم. او گفت که تمام. صبر بکن. این صحبتی که من میخوام با شما کنم این که حجت نیست. صبر بکن. الله صبر بکن. بزرگ نکن. بزرگ نکن اینجا. صبر بکن. با من خبر اومد که تمام در موضوع ابو حنیفه و کسایی که ابو حنیفه رحمه الله میگه تکفیر کردن صحبت میکرد. ما گفتم بسم الله تمام ما بیاد صحبت کنه. انا امروز اینا صحبت که فردا دیگریشه صحبت کرد رفتم میگیره مشکل ندارد. منم موضوع را این موضوع را انتخاب کردی فردا من دیگه موضوع انتخاب میکنم. بسم الله بفرما گپ کم کنیم. موضوع داخل شو. من آخرین ملاحظه اولین صحبت اگر ما اتفاق کنیم اولین صحبت این که در دین الله حجت نیست مگر قال الله و قال رسول الله. در همین موضوع اگر ما صحبت کنیم اتفاق کنیم ان شاء الله در تمام موضوع صحبت میکنیم. اگر در همین موضوع اتفاق کردن نتونیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی معنای گپت همین است که تو حالا در موضوع ابو حنیفه و در موضوع کسایی که ابو حنیفه رحمه الله میگن صحبت نمیکنی، اول در دیگر موضوع صحبت میکنی. بله نه باشد صحبت نمیداری. تمام ان شاء الله. شما که بله شما که حاضر شدین که در این موضوع گفتگی ما صحبت کنیم، همین موضوع در صحبت میکنیم. در موضوع انتخاب کرده تو تکفیر ابو حنیفه در این موضوع نیست صحبت میکنیم ان شاء الله. ما اتفاق کنیم. تمام ما اتفاق کردیم. دلیل قال الله و قال الرسول است. دلیل قال الله و قال الرسول است و همین قال الله و قال الرسول پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمودن که به فهم خیر القرون میفهمید، به فهم صحابه، به فهم تابعین تبع تابعین و به فهم همه اون علمایی که در اساس سخنشون منهجشون در اساس قرآن و سنت است. همین است. این مسئله به جای اختلافی که ما نداریم. همین اتفاق است. من اتفاق کردم. بفرما. ماشاءالله بهترین الحمدلله. انا که جواب بتونم که در کجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که مقصد قرآن و حدیثه با فهم خیر القرون بگیرین. اینسون تو برای مناظره اومده باشی، مناظره تا وقت تا بگیر، مناظره بکو، گپ تا من گپ تو به جواب بتیم. تو مکت سوال جواب نکن. تو اگر بگویی که تمام من شاگرد تو هستم، من 10 تا سوال من 10 تا سوال به جواب تیگویی، من سوال به جواب میتیم بعد میری اینجا. آخر تو مناظره گفتی 400 نفر جمع شده که مناظره بوده امروز گفته. آخر تو در بین 400 نفر به چرا خیلی جهالت کردی؟ هم موضوع را شروع میکنن. من گفتم که ما اتفاق داریم قرآن و سنت. الله در قرآن میگه، الله در قرآن میگه و ما یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصلیه جهنم. غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین یعنی هر کسی که مخالفت به رسول الله کند و متابعت غیر راه مؤمنین را کند. سبیل مؤمنین چی است؟ همون فهمی که مؤمنین موحدین صحابگان رضی الله عنهم داشتند. و بعد از این حدیث سه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. چنگ بزنید به سنت من و سنت خلفای راشدین من. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، الله سبحانه و تعالی بار دیگر میگه فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان بیارند به مانند این که شما ایمان آوردید هدایت مییابند. و دلیل دیگر این که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله صحابگان راضی شد. برای چی راضی شد؟ برای که فهم اونها، عمل اونها موافق انا همون مرادی که الله داشت همین بود. قرآن و سنت چخیلی که الله میخواست انا همون به انجام رسوندن. از همین جهت الله راضی شد. پس اونها الگوی ما هستند. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگر گفتن خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انا همه همین های علمای اهل سنت و الجماعه و سلف صالح حجت گرفتند و گفتند
و بعد از این صحابه خودشون گفتن. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتن من اراد منکم ان یستن فلیستن بمن قد مات فان خیر من یقتدى به اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و غیر ذلك من الاثر. من حجتای گفتیم اگه بفرمایید این حجت ها همش دلیل است که از صحابه و سلف صالح به فهم اینها فهمیده میشد که اولین قرن این صحابه است رضی الله عنه. تمام ان شاء الله. حدیثی که راجع به گفتن تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من میگم حدیث فیه علل، تمام حدیث یک طرف گذار، ما پیش از این آیات گفتم فیه علل، ما فی مشکله. خیر القرون قرنی است، در پیش از این مسئله آیت است و ما یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. همه علما میگن که الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی در آیات قرآن میفرماید قل هذه سبیلی، آیا سبیل رسول الله صلی الله علیه و سلم از سبیل المؤمنین فرق داره؟ این من با تو سوال میتونم، تو بگو که سبیل صحابگان از سبیل پیامبر مگر فرق داره؟ که تو قبول نمیکنی سبیل صحابگان فهمی صحابگان؟ تو باید این سوال جواب بدی. من فرق ندارد میگم، من میگم که صحابگان همون سبیلی که قل هذه سبیلی ادعو الی الله پیامبر گفتند، صحابگان در همون راه بودند، برای همون الله از اونها راضی شد، برای همون الله از اونها راضی شد. و کسانی که از سلف صالح خیر القرون شاگرد صحابگان بودند که الله سبحانه و تعالی در آیات دیگر گفت والذین اتبعوهم باحسان، گفت کسایی که به همین صحابه متابعت کردند، پیروی کردند به احسان، که اینها را تابعین گفته میشن. الله این در قرآن گفته است. من مرحمت جوابت گرفته که موضوع بدارو اتفاق کردیم در اون موضوع. کم تر صبر کن ان شاء الله. ما ساعت 10 باید موضوع به داخل میشتیم، ساعت 10:23 شد. چه من باید صبر کنم برای تو؟ تمام ان شاء الله. خب راجع به فهم گفتیم دین الله رو صحابه خوب میفهمد یا که تابعین و تبع تابعین؟ بگیرید دفش بکنید این نامرد جاهل اگر همه خیلی کار بکند. موضوع رو انتخاب کردی، اومدی 10 تا سوال دادی، جواب دادم. 350 نفر راضی هستند، همینجا دیده ایستادند. نخواد این که با تو همین درجه از موضوع گرفته استی. تو خبیث و امثالت گفتن که ابو حنیفه را تکفیر میکنیم و هر کسی که ابو حنیفه را تکفیر نکرد رحمه الله گفت او را هم تکفیر میکنیم. ما گفتیم تمام برادر همین موضوع صحبت میکنیم. ساعت 5 دکم 10 برآمدم، اومدی 23 دقیقه است که به من باری کودک بازی میکنی. کودک باشی رفت در نزد خوارجا کودک تبی که من کودک با نیستم. الحمدلله خودم چند کودک دارم فرزند، همینو برای من بس است. این چی احمقی جهالت است؟ برای همین علما میگفتن که با جهلا بحث مناظره آدم نمیکنن. گفت بیا در مسئله این که اتفاق کنیم که هیچ حجت بجز قرآن و سنت نیست، اگر همین مسئله به اتفاق نمیریم. من اتفاق کردم، من هیچ حجت به غیر از قرآن و سنت نیست. لیکن قرآن و سنت به فهم سلف صالح فهم نشد. دلیل بیار گفت، شما شاهدید، دلیل بیار گفت. بله من دلیل آوردم، من دلیل که این دلیل ها دلالت میکند که فهم به فهم صحابه فهمیده میشود. الله در قرآن گفت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر شما ای مسلمان ها ایمان بیاورید به مانندی صحابه، شما چی میشوید؟ در حقیقت رستگار میشوید. و بعد از این پیامبر گفتن صلی الله علیه و سلم بهترین قرن من و بعد از این قرن دوم قرن سوم. و الله سبحانه و تعالی تابعین ها رو در قرآن ذکر کرد. این می آید ما تنازل کردن بگیریم، آذری هم خوارج هم از تنازل ما، از رحم ما، از مهربانی ما، از ملایمی ما استفاده برده به ما بازی میکن. تو موضوع انتخاب کردی، بسم الله شروع کن. تو مردک هستی، نمیترسی. تو ابو حنیفه را دعوای تکفیر داری، موضوع شروع کن. از موضوع یک کلمه بیاریم برام دیگه جا نیست برای تو. شروع بکن. ساعت 10:30 شد. یک بار دیگر به تو فرصت. از موضوع بیرون نشو. الله سبحانه و تعالی میفرماید به موسی و هارون یا قصبه تقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. الله عز وجل برادر عزیز
کسایی که اینجا هستیم، برادرایی که مدیراتوری دارین، وقتی که از موضوع بیرون می شود دارین تماشا نکنین، کسی نباشد. ما گفتیم ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنیم، ما ابو حنیفه را رحمه الله میگیم. کسی که ابو حنیفه را تکفیر کرد خطا کرد میگیم، غلو کرد میگیم، نفهمید میگیم، سخنهای سلف جدا کرده نتونست میگیم. و هر کسی که ابو حنیفه را رحمه الله گفته رو تکفیر کرد و عذری گفت، ما اینا غلات میگیم، منهج خوارج، منهج جهلا، نابته ها، احمق ها میگیم. یعنی حقیقت. مرحمت بیا از موضوع بیرون نشو. بیا ابو حنیفه بسم الله الرحمن الرحیم، من اثبات میکنم که ابو حنیفه حکمشان این است. شروع بکن 5 دقیقه وقت با تو به من آیتی که معناش نمیفهمی که الله سبحانه و تعالی حضرت موسی گفت که فقل له قولا لینا، این مرتبه ها دارد، درجه ها دارد. این موضوع ما نیست. تو از موضوع نبرو. از عذری هم شما شرمنده تر شدین. از عذری شما شرمنده هستین. اوای ها دیده عذری ها عقلا که موضوع میده رو دو بعد از یک 10 دقیقه 20 دقیقه بعض مشق کردگی زوراش یک نیم ساعت 1 ساعت میره دو کشوله یک کاری کرده سونی بعد میگریزد. تو حورت تو وضوی نوش میبیاد بعد میگریزد. و تو از موضوع به نظر اومده گرفتی سو درو بسم الله انا با یک بار دیگر شانس به خاطر نمین 350 نفری که اینجا جمع شده هستند یک بار دیگر شانس میدیم. عقیده ما، عقیده ابو محمد مدنی و طالب علمان اهل سنت و الجماعت، دیگر همه برادران اهل سنت، شیخ محمد، شیخ ابو عبدالرحمن، شیخ ابو مریم، شیخ ابو یوسف و دیگر تمامی برادرها، عقیده ما همین است. عقیده شیخایی که در افغانستان هستند، عبدالظاهر داعی حفظه الله، محمد راسخ، ابو عمر الصلاح حفظهم الله، عقیده همه اهل سنت و الجماعت همین است که ما میگیم ابو حنیفه رحمه الله انسان بودند، بنده الله بودند، خطا کردند، از بعضی خطاگیشون توبه کردند و گشتند و از بعضی خطاگیشون به مانند ارجاع نگشتند، خطا کردند و ما میگیم رحمه الله. و ما با همین سخنمون به دو طرف، به طرف غلاتی که ابو حنیفه رو تکفیر کرد رد میزنیم و به طرف غلاتی که ابو حنیفه رو به سر خودش اله گرفت رد میزنیم. ما به خوارج‌ها رد میزنیم که شما ابو حنیفه رو در اساس چی تکفیر کردید؟ ای خوارج‌ها، در اساس چی ابو حنیفه رو تکفیر نکرده ها رو تکفیر کردید؟ ما رو چرا تکفیر کردید؟ چرا گفتید که رحمه الله گفته ها رو تکفیر میکنید؟ این سوال به خوارج‌ها است. دلیل که بیا صحبت بکن. ما اثبات میکنیم که ابو حنیفه با ایمان وفات کردند. گذشته هاشون ما میدونیم که بله خطاگی ها بود در مسئله خلق قرآن، این آن، توبه، سند، به سند صحبت میکنیم. در مسئله غلو کرده ها ابو حنیفه رو به درجه انبیا برده ها میگیم که شما هم گمراه شدید، متعصبین هستید. ابو حنیفه رحمه الله از شما بیزار است، به مانند صوفی ها و بعضی ها که فقه ابو حنیفه عقیدتا معترض است. ما هر دوی اینها را انکار میکنیم. ما ابو حنیفه را پیامبر هم نمیگیریم، به درجه پیامبر هم نمیبریم، میگیم یک عالم امت بودن رحمه الله. و این چنین ابو حنیفه را تکفیر هم نمیکنیم. و ما دلیل داریم، در اساس دلیل صحبت میکنیم. موضوع همین موضوع انتخاب کردی بیا صحبت کن. 3 تا تنازل کردم به تو، 3 مرتبه گفتی که بیا اول اتفاق کنیم در مسئله قرآن و سنت. اتفاق کردیم. من گفتم هیچ اختلاف نیست، قرآن و سنت به فهم سلف فهمیده شد. دلیل بیار گفتی. کنی دلیل برای اینکه به فهم قرآن و سنت. ما را مطمئن دلیل. فلان حدیثت این است و اون است. ما میدونیم که حدیث چی است و چی نیست، لیکن بالاخره همون حدیث ما گرفتیم. به خاطر فتنه باز نشه. حدیث گرفتیم. آیت به جواب. بعد از این میگه که تابعین کی گفت؟ من آیت آوردم، تابعین گفت. خیر القرون آوردم. این مسئله اگر در مورد بحث کنید، این مسئله که وقتی بحث کرده میگردی کنی ای بزیچه ها خوارج، ای غلات که امت همیشه بالعموم تکفیر کردید، خود شما به کفر واقع شدید.
انکنون این بود که خواریج‌ها این موضوع بود که موضوع ابو حنیفه بود که شما میخواستید که با ما صحبت کنید و ما حاضر شدیم. انکنون من میخواهم به شما مناظره کنم. خواریج‌ها فقط علماها تا بیار 4-5 بنام طالب علم‌ها تا آدمچای کوچه سر کوچه بزرگ نه، طالب علم علما تا بیار که در مسئله تکفیر بالعموم، کسی که لا اله الا الله میگه، کسی که نماز میخواند، کسی که در مسجد است، تو همین تکفیر میکنی خواریج. دلیل تا بیار. زیرا که ما شما را در همین اساس تکفیرتون مرتد و کافر میدونیم. هر کسی که لا اله الا الله گفتن را، شعار اسلام را، علامت اسلام را حساب نکند و لا اله الا الله گوینده ها را که به کفر شرک اکبر واقع نشده اند، واقع نشدند، به کفر شرک اکبر واقع نشدند، لا اله الا الله میگد، نماز میخواند، انا همین انسان ها را تکفیر میکند. لا اله الا الله گفتن، نماز خواندن قبول نمیکند، همچون علامت اسلامی حکمی، ما میگیم که این کافر است، به همین سخنش مرتد است. و خواریج های زمانه ما در انمین تکفیر بالعموم خودشون مرتد و کافرند و این ما در اساس حجت و در اساس دلیل بیان میکنیم. لیکن حاضر موضوع ما چیست؟ موضوع ابو حنیفه رحمه الله. بفرما. ما برای خلاصه آمدم که اینجا انشاءالله جای صحبت نیست. من حتما در این موضوعی که گفتم درس تشکیل میکنم، ثبت میکنم، در یوتیوب میپارتم و در شما روان میکنم که جایش خطای ضعیف میتونه رد کنید. چون که در اینجا وقت من هنگام صحبت میکنم مرا میکشم و این بحث هم نمیشه، صحبت هم نمیشه. انشاءالله من در صورت ثبت میکنم با آواز خودم میپارتم. کی کشت؟ از موضوع بیرون شدی، حالی موضوع ما شروع نکردیم. قسم به الله اگر یک کسی در حق تو بیادبی کند، من گفتم کشید، برای که تو به من کودک بازی کردیستی. موضوع به داخل شما هیچ کس تو کن نداره. موضوع به داخل و در صورت میکنم روان میکنم با حجتاش. تو گریزه هستی، من وقت شنیدنی تو رو ندارم. چیکار میکنی بکن. تو گریزه چیکار میکنی بکن. گریزه نباشی موضوع بدارم. من دیگه کارم نیست که صدای تو رو گوش میکنم. تو کی هستی؟ تو گوش میکن. گوش میکن. تمام مسلمان رو در صورت خودم ثبت میکنم، انشاءالله روان میکنم. هوا یک جایش خط میکنم. اینو ببینید، اینو آداب نداره. گوش میکن. قبل از اینکه با پیش ما بیان صحبت کنم گفته بودن که گوش نمیکنم، لیکن ولو که من را گفتن که گوش نمیکنم، که من اومدم الحمدلله جواب ما گرفتم و در موضوعی که شما سوال کردین حتما با آواز خودم در ثبت میکنم. مرحمت اگر خطا باشه انشاءالله خطاش در ثبت کرده روان که انشاءالله. و ایخه قطعیت صحبت کردن فایده نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام. انا که گوش میکنم. اولا نام موضوع را از جانب شما خبر اومد، شما اختیار کردید، ما راضی شدیم. من موضوع انتخاب نکردم. یکم اولا. ثانیا من به هیچ کس نگفتم که به فلان آدم مناظره میکنم. تو خودت گفتی که مناظره میکنیم، من با راضی شدم. ثالثا اومدم مرحمت مردم جمع کردم، اومدم که بیاید یک خواریج میخواهد ابو حنیفه رحمه الله گفته ها را تکفیر میکرده است، ما را تکفیر میکرده است، در همین موضوع به خواریج هایی که خیلی در همین باره صحبت میکنن صحبت میکنیم. اومدی تنازل کردم به تو 3 مرتبه. تو گفتی که بیا اول اتفاق میکنیم در مسئله این که دلیل فقط قرآن و سنت است. من گفتم بله اتفاق میکنیم، در این مسئله اختلاف نیست. کسی که مسئله اختلاف میکرد کافر است، دلیل قرآن و سنت است. لیکن به فهم سلف این امت است. تو فهم سلف این امت قبول نکردی. خوارجو فهم سلف این امت در بالای قرآن و سنت قبول نمیکنن. برای چی؟ برای که خوارجو اگر فهم سلف این امت در بالای قرآن و سنت قبول کنند، خوارجو مذهبشون باطل است، شکست میخورند. تو گفتی دلیل بیار که صحابه فهمشون ضرور است، تابعین و اینو ضرور است. دلیل ها رو آوردم. بعد از دلیل آوردم تو باز از این موضوع با فرار کردی و بعد از فرار میگوید که من میروم تسجیل میکنم در این موضوع های شما گفته، من این خیل میکنم به شما ارسال میکنم. ای چیکار میکنی بکن، به من چی دخل داره؟ چیکار میکنی بکن. من وقت شنیدن صدای تو را ندارم، من وقتی به تو صرف کردن ندارم. برادرها از من خواهش کردن که همین مسئله ابو حنیفه خیلی مسئله خطرناک است، مسئله خوارجو خطرناک است، صحبت کنید. ما برآمدیم صحبت کردیم، لیکن بالاخره اینها رفتند. بله مسئله چخل شد، مسئله فرار. مسئله رو نومشه چی میگه؟ فرار خوارج ها از نزد طالب علمان اهل سنت.
انا کنون به خوارج ها یک دعوا دارم، بیار خوارج ها را بیار اینجا. به ابوالغریب گفته که یک افغان است، خوارج است، در هیچ جا تعلیم گرفتگی نیست، سماوچکه خودش از نزد خودش شیخ شده است، شیخ شیطانش است. یک به نام ازبک تباری ابو طلحه است، ازبک تبار است لیکن تاجیکی هم خوب صحبت فارسی صحبت میکند، مذبذب بود، در عقیده اهل سنت که خوب نبود، بالاخره به خوارجی رفتنش فایده بود، خوارج شده است. اینها عالم نیستند، اینها طالب علم هم نیستند، اینها عالم مسلمانی را نفهمیدند. بعضی از تاجیکای بیچاره اینها را طالب علم گفته گشته است. این انسانی که اینجا برآمد این کیست؟ هیچی نیست، مرمت گریخت رفت. یکی بیاید در مسئله ابو حنیفه خودی ما صحبت کنیم. چی میگیم برادر عزیزم مشایخ؟ راست که اینقدر تقریبا 400-500 نفر مردم هستن، بیاید ما مسئله ابو حنیفه را خودمون نقطه گذاری کنیم، بله عقیده اهل سنت بیان کنیم. چی میگین؟ بله شیخ، الله بسم کند بهترین. اون حالی که به فکرم در اما عقیده خودشون دلیل هم ندارن، شاید رفته گوگل گفته میگردن. الله اعلم. لیکن اگر من ببینید، اگر من به نزد عذری روم، عذری گوید که من به تو 5 دقیقه وقت دلیل تگو گپ زن از موضوع نبرو، گوید باور کنید من لذت میبرم. ما را گپ زنی نمیمونند، بر اومدیم از موضوع ما میگیم که مونید ما موضوع به گپ زنیم، عذری میگن که نه اول این موضوع ما رویم هم در موضوع گپ زدن نمیمونند، پیش ما بیوند هم از موضوع گپ نمیزنند. الله المستعان. اگر باور نکنید مرحمت حاضر من پیش یگون عذری ببرید، یگون کانالش به میرم قبول نمیکنم، از موضوع بسم الله و الحمدلله بیا دلیل بیارم گم نه نمیگه. پیش هم اومد دلیل بگم بو نمیگه. این دلالت به چی میکنه؟ دلالت به قوت حجت میکنه. حجت ما قوی است، اینقدر حجت ما قوی است که عذری و خوارج هم خیلی می بیاد و اوست با خودش گریخته میرد. الحمدلله ما اینا چی میگیم؟ الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. اما بعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، مسلمانان عزیز، مسلمانان ملت فارس از تاجیکستان و افغانستان و ایران که صدای بنده رو میشنوید و میفهمید، امروز بدانید که ما طالب علمان اهل سنت و جماعت شب روز کوشش میکنیم که به شما منهج اهل سنت رو فهمونیم. اهل سنت این طایفه وسط است، همیشه در وسط است. در باب انا همین تکفیر هم، در باب بارک الله فیکم عبادت هم، در باب تعدیل و ترجیح هم، در همه باب وسط است. و یکی از این باب ها باب تکفیر است. قسم غلو کردند، خوارج شدند، تکفیرید بالتسلسل و همه امت را تکفیر کردند، تکفیر بالعموم، تکفیر امام 4 امام، تکفیر کسی که این 4 امام تکفیر نمیکند، اینها غلو کردند. و قسم دیگری به مانند بارک الله فیکم صوفی ها، اشعری و ماتریدی که خودشون حنفی میگن، اینها صدقه نام حنف شوند، کذاب دروغگوی ها، اینها بالکل دین انکار کردند، تکفیر انکار کردند. و در باب قبول علما، احترام علما و جواب اونها نیز ما وسط هستیم. ما تا امروز وقتی که علمای همین روزه قبر پرست ها را، وقتی که در کتابشون قبر پرستی را نوشتند، در کتابشون فتوای قبر پرستی را دادگی هستند، ما تا امروز وقتی که میگفتیم که اینها مشرک هستند، بسیاری مردم میگفت که شما خودتون مشکلی دارید، سخت میگیرید. نه برادر عزیزم، اسلام چی است؟ اسلام ما انمین است که نحن نحکم بالظاهر والله يتولى السرائر. انمین منهج ما است. این سخن از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه است. ما به ظاهر حکم میکنیم. من اظهر لنا الاسلام حکمنا باسلامه. هر کسی که به ما اسلامش را نشان بده، لا اله الا الله گوید، نماز خواند، روزه دارد، حج رود، ما این مسلمان میگیم. اگر کفر شرکش نباشد، اما هر کسی که به ما اظهر لنا الشرك والكفر، هر کسی که به ما شرک اکبر، کفر اکبر نشان بدهد، ما حکم به کفرش میکنیم. در باب انا همین
حکم هم ببینید ما بالکل همه این مردم رو تکفیر بالعموم نمیکنیم. این منهج خوارجی است. ما میگیم هر کسی که لا اله الا الله میگوید نماز میخواند مسلمان است. خوارجی ها میگوید که هر کسی که لا اله الا الله گوید نماز خواند کافر است. جهمی ها علمای تاجیک بنام حنفی هایی که بر دروغ اینها حنفی نیستند، ماتریدی اشعری، هر کسی که قبر پرستی کند کفر شرک کند هم مسلمان میگن. ما وسط است. ما مشرک میگیم و مسلمان میگیم. خوارجی ها مسلمان کافر میگن و این جهمی ها آذری ها سبحان الله کافر رو مسلمان میگن. و حق ما هستیم که الله حکم کرده به مسلمان رو مسلمان میگیم، الله حکم کرده به کفر شرک رو مشرک میگیم. و این همه عقیده ما در اساس قرآن و سنت و فهم سلفین اومده است. و اکنون شروع می شود در همین موضوع ابو حنیفه رحمه الله. در بالای ابو حنیفه رحمه الله 3 جماعت وجود دارد. نگاه مسلمان ها نسبت ابو حنیفه رحمه الله به 3 مذهب تقسیم شده است. مذهب غلاتی که اینها مذهب خوارجی نوبته هستند و مذهب غلات در محبت و غلات در اثبات محبت که اینها امروزه صوفی ها جهمی ها هستند. ابو حنیفه رو به درجه اعوذ بالله پیامبری رسانیدند و سخن پیامبر و ابو حنیفه به همدیگر زید و آید سخن پیامبر رو ترک کرد و سخن ابو حنیفه رو میگیرند. و این دوم مذهب. مذهب سوم مذهب ما هست که ما وسط هستیم. ما ابو حنیفه رو تکفیر هم نمیکنیم، ابو حنیفه رحمه الله گفته رو هم تکفیر نمیکنیم، لیکن ابو حنیفه رو به درجه قدوسیت و معصومیت و بالا نمیبریم. در جای خودش همچون یک انسان بشر خطا کننده یک عالم این امت نگاه میداریم و میگیم که ابو حنیفه خطا کردند و این خطای کردهشون کفر اکبر نیست و این خطای کردهشون بدعت است و مبتدی گفته میشد. ارجاع داشتند مرجئه الفقها. انا کنون شیخ بخشش الله استون بله مثال خوش کنن یک اومد از خوارج که من اثبات میکنم که ابو حنیفه کافر هستن برای من برادرها گفتن که شیخ برسونید. الله استون میکنم. بسم الله برات در پایان به فارسی نیست که من کفر ابو حنیفه را ثابت میکنم. خانه هفتوی میکنم من خیلی بالا میتوام. احمد برات بالا اجدانی در بالا شوه که من بالا کنم و یا احمد بالا بشوید. احمد بله بالا بشو بالا بشو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. احمد بالا بشوید. برادر امرو نشویده انجی اجدان به مستق چطور بالا شوم میگن اخی بودن اینجا یک برادر دیگه برادرها در اوچرات نیستن. عمران اینا با همون زبانی بالا شید بالا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای ابو محمد مدنی، ما سالهاست روزهاست که دنبال شما میگردیم، کمین انداختیم شما رو یه جای پیدا کنیم، شما دم به تله نمیده. آقای مدنی ما اومدیم این همه حرف زدی شما نذاشتی این برادر حرف بزنه. یه جوری ادعا میکنی میگی که ما به خبر جواب میدیم، ما اله میکنیم فله میکنیم بله میکنیم. بسم الله ما اومدیم ببینیم شما چه در چنته داری. بیا از ابو حنیفه دفاع کن. من کفراش الان یک به یک برات میخونم از اقوال سلف، همه رو مستندن برات میخونم، بفرما ببینم چه جوابی داری. اما به نسبت آیه ها و حدیث هایی رو که برای اون برادر خوندی به اسم خوارج، اصلا آیه رو که بهش استناد کردی و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا. اگر شما آیه رو اصلا خودت بلد باشی که معنی آیه چیه، رب العالمین میفرماید کسانی که انشقاق میاندازند در صف و صفوف رسول الله صلی الله علیه و سلم من بعد ما تبین له الهدى،
بعد از این که تبیین برای اینها آشکار شد و یتبع غیر سبیل المؤمنین و راهی رو اتخاذ میکنن جز راه مسلمین، اینها به سمت جهنم میرن و ساعت مصیرهم. اینجا ما از شما سوال میکنیم آقای مدنی، آیا راه مؤمنین و راه رسول الله صلی الله علیه وسلم دو راه جدا از همه یا نه یک راهه؟ اگر گفتی دو راهه ما میگیم دروغ گفتی، اگه گفتی یک راهه میگیم صدقت. خب پس وجه استدلال کجاست اینجا که میگی شما به این آیه استناد میکنی که بیا اجماع برای ما ثابت کنی، به این آیه استناد میکنی که بیا بگی حرف مؤمنین رو نمیشه رد کرد، به این آیه استناد میکنی که بگی علما اگر چیزی گفتن در کتاب و سنت نبود باید اطاعت کنی، در حالی که آیه اصلا اینو نمیگه که تو میگی. حدیث رو بهش اشاره کردی، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم. من 5 دقیقه تمام نشده، گوش کن. به حدیث استناد گفتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدیث در کجا گفته صلی الله علیه و سلم که از خیر القرون شما اطاعت کنید؟ یا عربی بلد نیستی یا تحریف میکنی یا هیچی دیگه، با جهل خودت خوش باش. حدیث اینو نمیگه، میگه خیر الناس قرنی، بهترین مردم کسانی هستند که در قرن من زندگی میکنن، ثم الذين يلونهم، و بعد از اون کسانی هستند که بعد از صحابه میان، ثم الذين يلونهم. کجا گفته اتباع کنید از صحابه؟ کجا گفته شما متبع صحابه یا تابعین یا تابع تابعین باشید؟ و اگر شما چنین از حدیث استنباط کنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین امری کرده، خب ما میگیم جعد ابن درهم علیه لعنت الله در همین خیر القرون زندگی کرد، ما میگیم جهم ابن صفوان در همین خیر القرون زندگی کرد، ابن کلاب در همین خیر القرون زندگی کرد، ابو الحسن اشعری در همین خیر القرون زندگی کرد، واصل بن عطا در همین خیر القرون زندگی کرد. مذاهبی که تو اونها رو کافر میدونی در حالی که به حدیث خیر القرون استناد میکنی، مگه با دسته کورا طرفی تو؟ مگه با دسته کورا طرفی؟ یعنی تو فکر میکنی همه جاهلن نمیفهمن چی داری میگی؟ یا بلد نیستی به حدیث استناد کنی یا تعویل میکنی یا یه جماعتی رو گیر انداختی میگی اینا نمیفهمن، برای خودت حدیث میخونی بهش استناد میکنی، اون رو هم یک وجهه شرعی بهش میدی. حدیث اینو نمیگی که تو میگی، بل ما آیه قرآن داریم در کتاب الله عزوجل که میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. الله عزوجل میفرماید تنها از وحی اطاعت کنید، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جز وحی از هیچ کس و هیچ چیز دیگری اتباع نکنید، اطاعت نکنید از هیچ کس و هیچ چیز دیگری. من تو رو تحدا میکنم و امثال تو رو، نه تو بسیار کوچکتر از این هستی که من بخوام با تو تحدا کنم، بزرگتر از تو رو تحدا میکنم. یک دلیل، فقط یک دلیل از کتاب الله یا از سنت صحیح محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم برای ما بیار که الله یا پیامبرش امر کرده باشن به اطاعت کردن هر کسی یا هر چیزی جز وحی. بسم الله بیار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. این حالا ببینید 5 دقیقه وقتی من است. حالا یکی از شاخدارهای خوارجی که در بین فارس زبان‌ها یک چند سال است برآمده هست، ابو محمد کردی خوارج که ما سال 2020 بیان کرده بودیم که اینها جز خوارج نابطه بیش نیستند و بجز تحقیر در درون صحبتشون چیزی نیست. بالاخره این جوانهای تاجیک که 1 نفر 2 نفر هم از سبب غلط فهمیدن به این چنین منهجی انحرافی خوارجی رفتند آمده است اینجا. الحمدلله این خوب است، نسبت به یک جاهل صحبت کردن و به کسی که کمی میفهمد صحبت کردن بهتر است. حالا که ما هم تحدی میکنیم به این ابو محمد کردی که خودت و بالاتر از خودت رو ما دعوا میکنیم بیار که اثبات بکند در باب ابو حنیفه. موضوع ما باب ابو حنیفه بود. اون وقتی که تو میفهمی به فهم خودت صحبت میکنی. تو به ما هیچ قولی رو از صحابه تابعین تبع تابعین نقل نکردی. منهج ما منهج اهل سنت و جماعت نمین است. قرآن سنت فهمی سلف این امت. آیت رو تو چگونه که فهمیدی رافضه هم به مانند خودش میفهمد. عیناً این طریقه که اینا میکنه طریقه رافضه است که قرآن رو به فهم خودش میفهمد. قرآن رو به فهم خودش میفهمد. چرا؟ برای که همه این مفسرین و علما و سلف صالحی که این آیت رو تفسیر کردن در نزد اینا کافر است. میگه کافر است. اجماع از این ثابت کرد امام شافعی رحمه الله میگه کافر است. برای چی؟ مشرع است میگه. حالا که مشرع مرتد خودش است از جانب اینکه تکفیر بالعموم حکم الله رسول کرده رو قبول نکرد. لیکن بالاخره ما به این منهج رافضگی که به فهم خودش صحبت کردن یک نقطه جواب میگیم. سخنت باطل است زیرا که به فهم یک کثیف جاهلانه خود تو است. اما ما به موضوع باز میگردیم.
تو بالا شدی و در اینجا نوشتی که من حالا کفر ابو حنیفه رو اثبات میکنم و شاگردت دعوا کرد که هر کسی که ابو حنیفه رو رحمه الله گفت من کفر او رو اثبات میکنم. بسم الله، به موضوع داخل شو. 5 دقیقه به تو دادیم. بسم الله. خب حرف شما تموم شد. وقت ببینید حرف ما در مسئله ابو حنیفه باید شروع شود. در همون مسئله برات حرف میزنم. گوش کن، فقط گوش کن، حرف تموم شد گوش کن. در همون مسئله برات حرف میزنم. جایی که سخن از ادب و از احترام اصلا و ابدا تو نباید حرف بزنی، چون ما جز بی ادبی، جز اهانت کردن، جز از لفظ بد هیچی از تو ندیدیم. در همون سال 2020 هم که با شما حرف زدیم، سخنرانی که ما با شما داشتیم ضبط کردیم، اون رو در یوتیوب پخش کردیم، مردم میتونن برن نگاه کنن، حسن ادب و اخلاق و رفتار تو رو بفهمن که چقدر به شیوه، یعنی من نمیدونم والله العظیم حالا ما موضوع علمی میکنیم یا که اومد اینجا ما رو تحقیر میکنیم. در چاله میدان زنجیر میچرخونن. شما لات رو دیدی در چاله میدان زنجیر میچرخونه، مثل اونا حرف میزنی تو جایی که انسان مؤدب و متشخص وجود داره از ادب حرف نزن اصلا و ابدا. بریم سر کفرهای ابو حنیفه، بریم سر کفرهای جناب آقای ابو حنیفه. یعنی که شما به ما گفتی، الان گفتی که آیات رو به رأی خودتون تفسیر کردید. من میگم اشتباه کردی. هر جایی که قال ابو محمد سنی در کلام من بود، شما حرف من رو بزن به دیوار، حرف من رو قبول نکن. من آیه صریح رو، آیه 3 سوره مبارکه الاعراف رو برات خوندم که رب العزه میفرماید که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. کجاست رأی ابو محمد سنندجی؟ کجاست؟ الله میفرماید فقط از وحی اطاعت کنید. ولا تتبعوا، اگر عربی بلد باشی که نیستی، رب العالمین نفی میکنه اطاعت و اتباع کردن از هر چیزی رو. میفرماید ولا تتبعوا من دونه اولیاء. خب کجاست؟ رأی من کجاست؟ کفر ابو حنیفه رو برات بخونم. در نزد ابو حنیفه اصلا و ابدا این رو باید بدونی که در نزد ابو حنیفه چیزی به اسم قال الله و قال الرسول هیچ رواجی نداشته، هیچ رواجی. مدرسه ای رو در کوفه داشته به اسم مدرسه اهل رأی. حالا اگر شما خواستی این رو بگی دروغه، من این رو از کتاب‌های سلف برات ثابت میکنم، نه یک کتاب و 2 کتاب و 3 کتاب، چون میدونم الان ادله ها رو برات بخونم همه رو با عربی، میگی نه این تحریف شده، این قول ضعیفه، اینو کی گفتین؟ از 10 تا کتاب برات میارم. چند تاشو میخوای بگی تحریف شده؟ چند تاشو میخوای بگی دروغه؟ در کتاب سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل نگاه کن، در ورقه 93 میگه که رواه الخطيب بغدادي في تاريخه من طريق مسدد بن قطيع سمعت يحيى بن عبد الحميد يقول سمعت أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق. میگه که شنیدم که ابو حنیفه گفت قرآن مخلوقه. هر کسی که بگه قرآن مخلوقه فقط کفر. قول تعالی، الله عز وجل در قرآن شریف میفرماید که وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. رب العزه قرآن رو به اسم کلام خودش یاد میکنه. هر کسی که بگه قرآن مخلوقه فهو کافر ولا کرامه. هر کسی که گفت قرآن مخلوقه ولا کرامه کافره. چرا؟ چون رب العالمین صفاتی رو که برای خودش ثابت میکنه در کلام پاکش در قرآن شریف، اگر گفتی مخلوقه یعنی قبل از این که رب العالمین قرآن رو خلق کنه نه بصیر بوده، نه سمیع بوده، نه علیم بوده، هیچ. تمام این صفات نفی میشه. چرا؟ چون میگن قرآن مخلوقه، قبل از خلق کردنش رب العالمین این صفات رو نداشته معاذ الله. در باب دیگری در ورقه 103 از کتاب عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه و اخبرت عن اسحاق ابن منصور میگه قال قلت لاحمد ابن حنبل يؤجر الرجل على بغض ابي حنيفه واصحابه قال اي والله. یعنی احمد ابن حنبل خودش و اصحابش کراهیت ابو حنیفه رو داشتن. حالا شما اگر بگی من احمد ابن حنبل رو دوست دارم، خب احمد ابن حنبل راجع به ابو حنیفه چنین گفته در دوباره کتاب السنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل در صفحه 105 در روایت 216 میگه حدثنا مهنا بن يحيى الشامي سمعت احمد بن حنبل يقول ما قول ابي حنيفه عندي والبعر الا سواء. احمد ابن حنبل میگه که قول ابو حنیفه و پشتل حیوان یعنی پیسایی یعنی نجاست حیوان. احمد ابن حنبل میگه قول ابو حنیفه و نجاست حیوان در نزد من یکیه.
قول رو دوباره برات میخونم که شاید نفهمیده باشی. میگه یقولو ما قول ابی حنیفه عندي والبعر الا سواء. احمد ابن حنبل میگه قول ابو حنیفه و نجاست حیوان نزد من هر دوتاش یکیه. دوباره در کتاب السنه احمد ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل در صفحه 106 در روایت 217 میگه حدثني محمود بن غيان ثنا محمد بن السعيد بن سلمة بن أبيه قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة قال وما تصنع به مات جهميا. مات جهميا. ابو حنیفه کسی بود که از جهم ابن صفوان تبعیت میکرد و جهم ابن صفوان کی بود؟ یکی از شاگردان جعد ابن درهم بود علیه لعنت الله، کسی که میگفت الله عزوجل با موسی کریم الله تکلم نکرده. دوباره در کتاب السنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل در صفحه 107 در روایت 218 میگه حدثني اسماعیل ابن اسحاق الازدي القاضي حدثني نصر بن علي ثنا الاصمعي عن سعيد بن سليم قال قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم فقال نعم. میدونی ابو یوسف کیه یا نمیدونی؟ ابو یوسف یکی از متدربین خود ابو حنیفه است که اقرار میکنه که ابو حنیفه جهمی بود، یعنی کسی بود از متبعین جهم ابن صفوان. صبر 5 دقیقه میزنه تو 5 دقیقه چور گازه وقت به پایان رسید. احسن ابو سر میشد 5 دقیقه من میبینم میگم که شیخ تمام شما سر بکنید. بارک الله فیک. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، آقای ابو محمد کردی مثل پیشتره باز تهمت های چندی رو به بالای طالب علمای اهل سنت که پیش از من هم به دیگرها و به من هم دارد میزند. این همچنین رویش است که در درون سخن تو از عربی بیخبری، تو از آداب صحبت نکن، این و اون. ما یک جواب میدیم. این همه صحبت هایی که میکند این بی منهجی، بگویم ادبی و بی اخلاقی به خاطر شما را از حجت بیرون کردن و به خاطر ما رو تحقیر کردن است. والله بی ادبترین انسان ها انا همین ها هستند که در اساس شک، در اساس ظن و در اساس کلام علما متأخرین و کلام قدیم و کلام جدید رو فرق نگذاشتند. توبه کسی رو قبول نکردن که منهج خوارج امین است. کفر کردی توبت قبول نیست. بالاخره به همین طریق جهالت می آیند یک کسی رو تکفیر کرده در اساس جهل و کسای دیگر رو هم در اساس جهل در باب این عذری تکفیر میکنه. حالا گفت آیت رو که بارک الله فیکم من تلاوت کردم، گفتیم به مؤمنین، راه مؤمنین و راه رسول الله جدا است یا نیست که عیناً همون توجیه به ما گفته بود. ما گفتیم که نه، هر دوش یک راه هست. لیکن ببینید علمای ما آیت رو که از بارک الله فیکم سوره نساء 115 هست و ما یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، هر کسی که مخالفت کند به رسول الله بعد از آشکار شدن و یتبع غیر سبیل المؤمنین و متابعت کند غیر سبیل مؤمنان را، انا همین مؤمنان را چی گفتند؟ به تفسیر ما به کی باز میگردیم؟ به سلف و بعد از این به متأخرین اونها، به ابن جریر طبری و بعد از این دیگر علمایی که در نزد ما معتبر است و مسلمان است. ما این آیات ها رو به فهم خودمون نمیفهمیم. چهله که میبینه که به فهم خودش نه این خیل بود اون خیل بود میگه. در نزد ما آقا تو یک جاهل هستی، منهج نداری، آیات رو به فکر خودت وقتی که صحبت کردیم و قبول نداری. اینا تو بی ادبی میگویی، به نظر تو بی ادبی است. این منهج اهل سنت است که جاهل را در این که فکر خودش میخواد در بالای آیات بیان کند ما نه جاهل میگیم. بارک الله فیکم. نولیه ما تولی. حالا میبینه و یتبع غیر سبیل المؤمنین، يقول يتبع طريقا غير طريق اهل التصديق. طريق اهل التصديق یعنی پیروی میکند راهی رو که غیر راه اهل تصدیق است. اهل تصدیق است صحابگان است. و یسلک منهجا غیر منهجهم، و راه میرود در همون منهجی که غیر منهجی کی است؟ غیر منهجی صحابگان است. پس هر کسی که غیر منهجی صحابگان، غیر اون چیزی که همه صحابگان در بالش اجماع کردن رود، این یک گمراه است. و هر کسی که انا همین جای آیت رو تکذیب بکند، این به این قسم از قرآن ایمان آورده است. این هم یکی از مناطهای کفر است که آیت رو انکار میکند و حتی آیت رو کسی که به همین معنا اثبات میکند تکفیر میکند. به مانند امام الشافعی رحمه الله که امام شافعی در اساس این آیت خیلی که ابن کثیر در تفسیرشون ذکر میکنند و خود امام الشافعی در کتابهای خودشون در همین اساس میگن که اجماع صحابه این چیست؟ این حجت است. بارک الله فیکم. و در دوامش ابن جریر طبری میگن
وذلك هو الكفر بالله لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير مناهجهم. یعنی اگر کسی که کفر و شرک بکند با الله سبحانه و تعالی من غیر سبیلی که است، غیر راه مؤمنان است. کدام مؤمنان؟ غیر راه صواب است. پس الله سبحانه و تعالی چرا از صحابگان راضی شد؟ از ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم و از دیگر صحابگان، برای اینکه اونها فهمشون در اساس قرآن و سنت درست بود. قرآن و سنت را به مراد الله درست فهمیدند و به قرآن و سنت عملی درست کردند و الله اونها را تزکیه داد و به اونها حکم قسمی اونها چی گفت؟ جنتی ان گفت و بالعموم رضی الله عنهم را که ذکر کرد، جماعت هایی که به مختلف اینها، و بالاخره این دلالت میکند که پیروی از اونها بکنیم. و اما بیاید به موضوع داخل میشیم که این ناانصافا این سخنها رو قبول ندارن. هر سخنی که آقای ابو محمد الکردی بالاسف الشدید، یعنی کسی که از منهج علمی بوی ندارد سخن میکند، از سند مشکلی دارد. یک مشکلی. اگر مشکلی دوم رو بگویم، بله روایت های هست که سندش صحیح هست، ما قبول داریم. روایت های هست که سندش صحیح هست، اما این سخن هایی که در بالای ابو حنیفه است که قرآن را مخلوق میگفت، پیش از توبه ابو حنیفه هست. هزار قول بیار، هزار قول سلف بیار، ضعیف باشد یا صحیح، ما میدونیم کدومش ضعیف است و کدومش صحیح، لیکن در مسئله خلق قرآن اگر ابو حنیفه رو تو تکفیر کرده باشیم، ما میگیم که به سند صحیح میگیم که ابو حنیفه رحمه الله بله همچنین واقعه هست که قرآن رو مخلوق گفته، ولیکن در این باب بارک الله فیکم توبه کرده. و حالا از کتاب امام الذهبی، کتاب علو، صفحه 155، و از کتاب اسماء و صفات للبیهقی. بله تمام وقت سر بکن باش. خب صدای من میرسه به شما؟ بله میرسه. خب شما اومدی راجع به آیه حرف زدی، گفتی ما فهم خودت رو قبول نداریم. والله العظیم انا استغرب من عقلك يا ابو محمد، يا ابا محمد اني استغرب من عقلك. بدون تحقیر لو سمحت. نه هیچ اگر تو اصلا معنیش این عربی بلد نیستی که تحقیر نکردم. همون بلدی خودم رو فارسی ترجمه میکنم. اني استغرب عن عقلك، این رو با فارسی ترجمه میکنم. من از عقل تو سرسام هستم. این کجاش تحقیره؟ این کجاش تحقیره؟ به من نمیگی تو؟ اني استغرب عن عقلك کجاش تحقیره؟ من خودت بگم که جاش تحقیره. بعد از این با یک فهم خودت رو مثل خب الان نوبت من حرف نزن، حرف قطع نکن، جوابتو بده بعداً حرف بزن. باشه بفرما. اینی که بهت گفتم اني استغرب عن عقلك، به خاطر این گفتم که من 3 بار تکرار کردم که آیه رو از سوره الاعراف برات خوندم عربی، ترجمه کردم فارسی، گفتم کجای این آیه یک کلمه فهم ابو محمد توش بود اونو بزن به عرض الحائط، بزنش به دیوار. کجاش فهم منه؟ آیا این آیه نیست که الله عزوجل میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا النفی ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون؟ این کجاش یک کلمه اگر فهم من در این آیه بود اون رو قبول نکن. ای میگی نه شما علما گفتن که فهم جاهل رو نباید قبول کرد. حالا با زبان خود همیشه شما با زبان در راستای اهانت کردن بسیار رساز زبانت. من نمیخوام راجع به این بیشتر حرف بزنم. و اما راجع به آیه‌ای که گفتی و من یشاقق الرسول، گفتی بله راهشون یک راهه اما با فهم صحابه. خب من الان 20 تا بیشتر از 20 معذرت میخوام، بیشتر از 20 تا دلیل برات میارم از فهم صحابه، از کتاب و سنت. الان برات میارم میخونم برات، فارسی ترجمه میکنم، باید اینو به ما بگی. اگر گفتی فهم صحابه حجت در دین، ما اول آیه رو برات میخونیم که رب العزه الله جل جلاله میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. الله میفرماید بعد از پیامبران حجتی وجود نداره. اگر تو گفتی صحابه حجت هستن، تنها آیه رو تکذیب کردی. 1 2
چطوری می شود ما از صحابه پیروی کنیم، اونها رو به اسم حجت بشناسیم، در حالی که این حجت اشتباه میکنه؟ ما در صحیح بخاری داریم خالد رضی الله عنه و ارضاه در جنگی اسیران خودش رو به باقی صحابه داد، گفت اسیرانتون رو بکشید. بعضی از صحابه به اون اعتراض کردن. زمانی که به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم برگشتن، پیامبر صلی الله علیه وسلم 3 بار فرمود اللهم انی ابرأ من افعل اللهم انی ابرأ مما صنع خالد، یا ربی یا الله من بری هستم از فعلی که خالد انجام داد. چطور می شود شما صحابه رو حجت میدونید در حالی که این حجت اشتباه میکنه؟ 3 بار رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید انی ابرأ مما اصنع خالد. در حدیث دیگری امام علی رضی الله عنه و ارضاه جماعتی رو میانه میسوزونه، صحیح بخاری. ابن عباس میگه که ای علی اگر من بودم چنین نمیکردم، فقط میکشتمشون. چطور میشود ما به کسی بگیم حجت در حالی که اشتباه میکنه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید لا يعذب بالنار الا رب النار، هیچ کسی با آتش عذاب نمیدهد الا رب آتش. در حدیث های دیگری داریم که زمانی که آیه نازل شد که رب العزه فرمود که وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واتموا الصيام الى الليل، بعضی از صحابه چنین فهمیدن که یک تکه طناب سیاه رو با یک تکه طناب سفید بیارن، این رو با هم قاطی کنن، اینطوری بهش نگاه کنن تا زمانی که سیاه از سفید مشخص بشه، این وقت نماز صبح میشه. بعدن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که نه این خطاست، فهم شما خطاست، این صحابه فهمش غلطه، چرا نمیخواین رو قبول کنی؟ بعضی از اوقات ما از شأن صحابه کم نمیکنیم، نعوذ بالله. صحابه کسانی هستند که الله جل جلاله میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، ما نمیخوایم از شأنشون کم کنیم، اما ما میگیم اونها هم بشر بودن، قابل خطا بودن. 20 تا 30 تا از خطاهای بزرگ صحابه را الان میخوای یک به یک برات بگم با سند صحیح، نمیتونی انکارش کنی. چطور میشه کسی هم حجه باشه هم خطا کنه؟ فهم صحابه رو میگی نمیگی؟ این فهم صحابه بفرما. در حدیث دیگری داریم 2 تا صحابه ها با هم سر تیمم اشکال پیدا کردن، یکشون خودش رو در خاک چرخ داد، فکر میکرد تیمم اینطوریه. این فهم صحابه. چرا نمیگی دین رو قبول دارم با فهم محمد صلی الله علیه و سلم که الله عز وجل میفرماید والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ چرا دین رو با فهم محمد صلی الله علیه و سلم قبول نکنیم که رب العزه تزکیهش میکنه، میفرماید محمد از خودش حرف نمیزنه، مجنون و دیوانه نیست، نعوذ بالله، و ما ينطق عن الهوى، از هوا و آرزو حرف نمیزنه، این هو الا وحی یوحى، هرچی میگوید وحی و بنو وحی میشه. چرا ما زمانی که حرف حق میزنیم خارجی میشیم؟ چرا خوارج میشیم؟ چرا؟ چون میگیم از کتاب و سنت تبعیت کنیم، به خاطر این خارجی شدیم، خوارج شدیم. این همه دلیلی رو الان که برات خوندم، گوش کن، وقت تمام نشده. وقت تمام شده. وقت تمام شد. حتی 36 دقیقه که شیخ تمام وقتی تو رو گرفتن بفهم. بسم الله. اما بعد در مسئله آیتی که صحبت آخری ایشون باز به همون آیت گشت، سوره نساء و ما یشق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، ما بیان کردیم که صحبتی که آقا میگه از فکر و اندیشه خودش است، عین صحبت رافضه است. رافضه رو ببینید، تفسیر قرآن 15 مجلد 20 مجلد کلام دارد، لیکن از بافته ساخته عقل خودش است. برای چی؟ سبب چیست که آقای ابو محمد کردی آیات ها رو در اساس خودش میفهمد، عقل کلامی، مثل جهمی ها کلامی، خوارج ها. چرا خوارج ها کلامی هستند مثل جهمی ها؟ سببش این است که همه علمای امت اینو تکفیر کردند، علما را تکفیر کردند. حالا ما به امام احمد هم میریم که ثبتش در نزد من حالا وجود دارد. از امام احمد به من حجت می آورد، حالا که امام احمد رو خودش تکفیر میکند. تو کسی رو که تکفیر میکنی از او حجت آوردن به ما این رویت درست نیست. تو بیار از مسلمان، یک مسلمانی که خودت اعتقاد میکنی که مسلمان است. حالا ما میریم به تفسیر ابن کثیر که ما اعتبار داریم که مسلمان است، رحمه الله، علامه اهل سنت و الجماعت است، که شما اینا خوارج رو تکفیر میکنه. در زیر این آیت میگه که و یتبع غیر سبیل المؤمنین، می آیت هذا ملازم للصفه الاولى در دانش ولكن قد تكون المخالفه للنص الشارع وقد تكون لما اجمعت عليه الامه المحمديه. یعنی مخالفت دو نمود است. میگه مخالفت به یک نص شارع، به یک آیت واضح از قرآن یا که حدیث بعضی مخالفت میشد. در بعضی حالت مخالفت میگه ابن کثیر به همون چیزی میشد که تمام امت
به همون چیز اجماع کردند، یک نفر میاد به اجماع امت مخالفت میکند. فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ. که به نمیج است. نقطه اساسی که ابو محمد الکردی دارد در گردش دور میزند و سخن حق قبول نمیکند و خودش به جهالت میاندازد یا که یتغبه، خودش نافهمید میگیرد، لیکن فهمیده ایستاد است که مشکلش در کجا هست. انمیج است که میگوید که صحابگان فهمشان و سخنشان به دو قسم تقسیم میشد. صحابگانی که انفرادی صحبت کردند یا صحابگانی که در بعضی مسئله ها به هم دیگر اختلاف کردند، این مسئله دیگر مسئله است. اما یک مسئله که همه صحابگان اجماع کرده باشند، یک سخن را گفته باشند، انا همینجا میگه الله سبحانه و تعالی در زیر این آیت حکم کرده است که اجماع، اتفاق همه صحابه یک مسئله را یک سخن گفتنشان این از خطا بیرون است میگه. زیرا که انمین اجماع صحابه خود به خود نه، در اساس قرآن و سنت به وجود می آید. در بالای فهم یک آیت، در بالای فهم یک سنت، صحابه وقتی که اجماع کردن، فهم صحابه رضی الله عنهم که از پیامبر گرفتند. البته ما نگفتیم که همه سخن صحابه سخن صحابه که به اجماع باشد، لیکن افسوس که اینها که علم ندارند، با زبان تیز که دارند، با یک بار به تحقیر میگذارند، عربی را نمیدونی میگن حالا یک چند خطاگی های عربی را که ما نوشتیم، حالا این هم شروع میکند به گفتن خطاگی عربی و از موضوع بیرون شود، ان عقلیک و ان عقلک که اینجا نوشته شده است. لیکن بالاخره عربی را میدونی نمیدونی از موضوع بیرون شدن و گریختن است. در سال به موضوع صحبت بکن. در اینجا میگه که اجماع صحابه لنص الشرعي. پس لما اجمعت عليه الامه المحمديه فيما علم اتفاق في عليه تحقيقا فانه قد ضمنت لهم عصمه في اجتماعهم عن الخطا. یعنی وقتی که اجتماع کردن همه صحابه، این از خطا دور است، زیرا که ناممکن است که همه صحابه در یک بالای خطا شوند، اجماع کنند. تشریفا لهم و تعظیما لنبیهم. الله این را همچون یک شرف برای صحابگان و بزرگداشت اونها برای بزرگداشت پیامبر صلی الله علیه و صحابگانشان اجماعشان را یک چیز قرار داد صلی الله علیه و سلم. در این باره میگن حدیث های زیاد وارد شده است. فهمی صحابه وقتی که همشون یک چیز میشن، این قبول باید کرده شود. و در دانش میگن که و من العلماء من ادعى تواتر معناه والذي اول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الاجتماع حجه تحرم مخالفته. اجتماع صحابه حجت است میگن امام شافعی رحمه الله، که ما رحمه الله میگیم آقای کردی امام شافعی را تکفیر میکند و میگه که امام شافعی مشرع هست، کافر است. امام احمد را هم تکفیر میکند. پس کی را قبول کند؟ کی را قبول کند؟ ولو که سخن امام احمد را آورده است در حالتی که امام احمد در نظر کافر است. از کافر روایت آوردن چی است حکمش؟ پس بارک الله فیکم. امام شافعی رحمه الله میگه که به اجماع صحابه مخالفت کردن حرام است در اساس انا همین آیت. بارک الله فیکم. پس این بیان گشت که سخن حق سخن اهل سنت و الجماعه هست که از سلف صالح پیروی میکنند و از علما و مفسرینی که همه امت اینها را قبول کرده و در اساس قرآن و سنت صحبت میکنند همین خلاص ما بیان کردیم. این آیت دلالت میکنه سخن امام شافعی است. تمام است. وقت تمام شد. سر بکید که خب راجب حرفایی که زدی، قبل از هر چیزی شما این رو هی تکرار میکنی و من میدونم سببش چیه، دلیلش چیه که شما همش تکرار میکنی جماعت این آدم شافعی رو تکفیر میکنه، این فلان رو تکفیر میکنه. یعنی شما در جواب همه این حرفا دلیل هایی که من میارم همش اینو داری تکرار میکنی. تا حالا نه آیه ازت شنیدیم نه حدیثی. و این رو هم بهت بگم، احمد ابن حنبل میگه من دعا اجماعا فقط کذب. احمد ابن حنبل میگه هر کسی ادعای اجماع کنه فقط دروغ گفته. با همون موبایلی که دستته برو بنویس، سرچ کن در گوگل، این حرف معروفه به شدت از احمد ابن حنبل. حالا میترسم بگی اینم سند ضعیفه. احمد ابن حنبل میگه من دعا اجماع فقط کذب. هر کسی اجماع رو ادعا کنه که در بر چیزی اجماع وجود داره تنها دروغ گفته. یعنی تو شیخ خودت اگر احمد ابن حنبل رو شیخ خودت حساب کنی، احمد ابن حنبل اینطوری میگه راجع به اجماع، مگر اینکه بیای انکارش کنی. اینی که شما میگی آقا این چرا احمد ابن حنبل رو تکفیر میکنه اما میاد قول احمد ابن حنبل رو برامون میاره. اصلا شما باید این رو بدونی، اگر منطق حرف زدن و مناظره کردن رو داشته باشی، ما که قول رو برات میخونیم برای اینی که شما رو
قانع کنیم در موضوع. ما نرفتیم از احمد بن حنبل قولی رو بیاریم که خارج از کتاب و سنت راجع به چیزی حرف زده باشه ما بگیم سمع و طاعه، آیه قرآن و حدیث رو رها کنیم برای سخنان احمد حنبل. نه، ما داریم از قول همون کسانی که نزد خودت شیخن. من الان میتونم 20 تا 25 تا دیگه دلیل برات بخونم که مالک به ابو حنیفه میگه کاد الدین و من کاد الدین فلیس من الدین. مالکه، امام مالک صاحب الموطأ که شما بهش میگید امام مالک و صاحب الموطأ، ابو حنیفه رو کافر میدونه. احمد ابن حنبل ابو حنیفه رو کافر میدونه. سفیان ثوری و ابن مبارک. الان همه قولا رو اگه میخوای، من نمیدونم الان چرا فرکانس یه دفعه عوض شد. یادت اول چقدر اصرار میکردی راجع به ابو حنیفه حرف بزن، ما اومدیم الان دیگه نمیگی راجع به ابو حنیفه. فکر کنم فراموش شد. تو میدونی من کتاب الان جلومه، میتونم همه اقوالو برات بخونم. حرف ابو حنیفه رو فراموش کردی، الان راجع به یه مبحث دیگری داری حرف میزنی. و اما اجماعی که از صحابه گفتی، برادران و دوستانی که این صدای من رو میشنوید، اجماع یعنی چی اصلا در نزد اینا؟ ما باید بفهمیم اجماع یعنی چی. قبل از هر چیز باید بفهمیم معنی اجماع یعنی چی. آیه ایرم که این آقا بهش استناد میکنه میره برامون قول مفسر رو میخونه. اگر شما برید قصه شافعی رو نگاه کنید که شافعی، شخصی نزد شافعی اومد بهش گفت یا شافعی دلیل شما از کتاب و سنت مبنی بر اجماع چیه؟ شما که میگی اجماع هم مصدری از مصادر تشریع اسلامی، خب دلیلت چیه؟ در این موضوعی که وجود داره سندش هم صحیحه، میگه شافعی 3 روز به خانه رفت، چندین بار در این 3 روز قرآن رو ختم کرد و بعد از اون به این آیه رسید، این آیه رو دلیل کرد. یعنی قبل از اینکه آیه رو اصلا دلیل کنه شافعی اجماع رو یکی از مصادر تشریع اسلامی میدونست، اما چون ازش سوال پرسیدن رفت این آیه رو آورد گفت و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیره. گفت یعنی اجماع. اصلا قصه شافعی معروفه، شما برید خودتون نگاه کنید که شافعی چجوری شد که به این آیه استناد کرد. این آیه رو قبل از شافعی هیچ بشری نگفته یعنی اجماع. همین آقای ابو محمد مدنی اگر ازش سوال بپرسی مگه برامون حدیث نیاورد گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خب از همون ثم الذين يلونهم برامون بیار که این آیه که شافعی بهش استناد کرده یعنی اجماع. بفرما. من شما رو تحدی میکنم از ابوبکر رضی الله عنه و ارضاه، از عمر بن خطاب رضی الله عنه و ارضاه، از عثمان بن عفان رضی الله عنه و ارضاه، از علی بن ابی طالب رضی الله عنه و ارضاه، از حسن بن علی رضی الله عنه و ارضاه، از حسین بن علی رضی الله عنه و ارضاه، از معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه و ارضاه. برامون یک دلیل بیار که این آیه رو گفته باشن اجماع. خب از تو از کی یاد گرفتی آقای ابو محمد مدنی؟ مگه نمیگی دین به فهم سلف؟ بفرما یک سلف از صحابه برای ما بیار که بگی این آیه یعنی اجماع. این آیه رو اصلا تا سال 200 هجری هیچ کسی بهش نگفته یعنی اجماع. شافعی این اختراع کرد. مثل ادیسون چجور برق اختراع کرد، شافعی اومد این آیه رو برامون آورد به اسم یه چیزی رو ازش کشید بیرون به اسم اجماع. کی قبل از شافعی گفته این آیه یعنی اجماع؟ بفرمایید برامون بیاد. من شما رو تحدی میکنم از عصر صحابه، از عصر قبل از شافعی برای ما بیار که یک بشر جز شافعی به این آیه گفته باشه اجماع. اگر تونستی بیاری ما میگیم تو حتما در علم شرعی یک چیزی بلد، یک چیزی سررشته‌ای داری. و اما من به حرفم برگردم. وقتت تمام شد. الله المستعان. از دقیقه 13 تا 19 وقت چقدر نظر کرده شده؟ الله المستعان. بالاخره در مسئله سخن امام احمد ابن حنبل که میگه من ادعای اجماع فقط کذب، هر کسی که دعوای اجماع کنه دروغ میگه. علمای خود شاگردان احمد ابن حنبل و علمای احمد ابن حنبل جواب گفتن یکم مشکلی نداره. ادعای اجماع همه امتی که خواه مجتهد و غیر مجتهد باشد، اما سخنی که اجماعی که ما علمان صحبت میکنیم علما، اجماع علمای امت در باب یک چیز، در باب یک مسئله، این یک باره به همین مسئله است و این یک دعوایی که امام احمد ابن حنبل اجماع را تکذیب کردند و هر کسی که اجماع را دعوا کند دروغ میگوید و این صحبت امام احمد ابن حنبل را بیچاره نفهمیده که این در یک مسئله خاصی بود یک، و بعد از این
دعوا کردن اجماع که همه امت این نادرست است، بلکه دعوا کردن علما و انا همون صحابگان رضی الله عنهم صحبت میرد که این هم دلالت به جهالت میکرد. اما در مسئله امام ابو حنیفه رحمه الله ما به هیچ جای نرفتیم، موضوع باقی است، اصلی موضوع همین است. لیکن ما چرا این آیات ها رو جواب میگیم؟ زیرا که در این آیات ها شبهات رو که میکرد، ما شبهات رو یک بار جواب داده میرویم. این منهج همه اهل بدعت است که در درون صحبت از موضوع بیرون با صحبت میکند، شبهات خارجی رو میچوشد که ما این شبهات رو یک بار محکم میکنیم و بعد از این به موضوع باز جواب میگیم. اما به موضوع میرویم، میگویم امام ابو حنیفه رحمه الله در اول امر بله قرآن را مخلوق گفت و بعد از این که علما به بالایش سخنهای شدید گفتند به توبه دعوت کرده شد و این قصه معروف است و معلوم است و سندش هم صحیح است. ابو حنیفه بگوییم از این عقیدهشون بازگشتند، سندی صحیح معروف است. توبه رو خوارجو قبول ندارند. قال البيهقي وأنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنا أبو سعيد أحمد بن إجازة حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتي قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنة جراء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال البيهقي رواة هذا كلهم ثقات، روايتي که ولو گفتیم همیش ثقات است. در کتاب الاسماء و صفات للبیهقی جلد 1 صفحه 611 میگوید که بسندش میگوید که ابو یوسف القاضی شاگرد ابو حنیفه 1 سال خالص در روایت 6 ماه ابو حنیفه را مناظره میکرد، از او سوال میکرد که قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق. بالاخره مناظره در بینشان زیاد شد. ابو حنیفه در آخر گفتند که قرآن کلام الله است، غیر مخلوق است و هر کسی که قرآن را مخلوق گوید پس او چی است؟ کافر است. این سخنی ابو حنیفه بر ضد سخنی ابو محمد کردی که ابو حنیفه را کافر میگه. در اساس چی؟ در اساس اینکه ابو حنیفه قرآن را مخلوق گفتند. من سندی صحیح آوردم، رجال ثقات است. حالا که سخنهایی که او گفت من میتونم به بعضی از این روایت ها به سندی صحبت بکنم، لیکن موضوع این است که باید اختصارتر بکنیم. بر رجال ثقات که ابو حنیفه بعد از این توبه کرد و توبه معروف است. پس و ذکر عن ابي يوسف قال ناظرت ابا حنيفه رضي الله عنه شهرين حتى رجع عن خلق القرآن. در کتاب الایبان صفحه 405 آمده است به سندش که میگه ابو یوسف مناظره کردن با ابو حنیفه در مسئله قرآن، در مسئله خلق قرآن 2 ماه که از این عقیدهش بازگشت. رجع بازگشت، بله بود عقیده لیکن بازگشت. همون خطیب بغدادیه که اینها به همون کتاب خطیب بغدادی رفتند و ابن حبان سخنش برفتند و 4-5 کتاب دیگه یا که عبدالله ابن احمد ابن حنبل که رفتند و تحقیقاتش در نزد ما سنداش معروف است. همون خطیب بغدادی در جگر جو با همین چیز روایت میکنه. حدثنا القاضي ابو جعفر السمناني قال حدثنا الحسن بن ابي عبد الله السمناني قال حدثنا الحسين بن رحمة الويمي قال حدثنا الثلجي قال حدثنا محمد بن سماعة عن ابي يوسف قال ناظرت ابا حنيفة 6 اشهر حتى قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. با سندش می آورد، با سند صحیح که قاضی شاگرد ابو حنیفه مناظره همین تمام میکنم تا مناظره کردن با ابو حنیفه 6 ماه که ابو حنیفه از این سخنشون قرآن مخلوق بازگشتند و همه این صحبت های علمایی که محمد کردی نقل کرد پیش از توبه ابو حنیفه است. 50% 60% اون ضعیف است و باطل است و قسمی ثابت است اما پیش از توبه است. و بعد از توبه احمد ابن حنبل رحمه الله گفتند، احمد ابن حنبل که محمد کردی نقل کرد که ابو حنیفه رو سخنهای بد میگفتند، ابو حنیفه رو رحمه الله گفتند بعد از مرگش که و در صحبت آینده ذکر میکنیم. مرا جواب بگوید، بین جواب بگوید، اتحدى که جواب بگو، سخنی بین علما را جمع بکن. بسم الله. خب آقایی که مناظره ما رو داری یعنی مدیریت میکنی، ان الله یأمر بالعدل، زمان من که تموم شه فورا ساکت
نباید بذاری ایشون حرف بزنه. من دیده شدم. چیزی رو که آقای مدنی الان آورد گفت که ابو حنیفه توبه کرده، ما میگیم صدقت. حرف از این قشنگتر است؟ ما میگیم صدقت، تمام توبه کرده. اصلا مشکل ما الان با ابو حنیفه دیگه از خلق قرآن خارج شد. این یعنی فکر میکنه مشکل ابو حنیفه فقط همینه که به قرآن گفته مخلوق. والله العظیم عجیبه. خب همین اصلا گفتیم توبه کرده، تمام. منم با شما متفق القولم الان که ایشون توبه کرد و تمام، موضوع خلق قرآن رو بستیم و مختومه کردیم. بریم سراغ چیزهای دیگر. ابو حنیفه میگه خمر حلاله. آقا مدنی میگه نبیذ الشدید حلاله. اگر گفتی کجا، همین الان برات میخونم، به من نگی کجا، چون من اینو با درس ویدیو ضبط کردم پخش کردم، به من نگی کجا اومده کجا رفته، سندن برات میخونم. به نبیذ الشدید میگه حلال، به خمر میگه حلال، به نمازی که در اون سوره فاتحه خونده نشه اصلا میگه فاتحه واجب نیست، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا صلاه لمن لم یقرأ به فاتحه الکتاب. نمازی که در آن سوره فاتحه نباشد اصلا درست نیست. در مذهب ابو حنیفه میتونی با خمر وضو بگیری، در مذهب ابو حنیفه میتونی بر پوست سگ و پوست خنزیر نماز بخونی. در مذهب ابو حنیفه اگر در هنگام نماز از کسی بادی خارج شد از سبیلین، وضو با این باطل نمیشه، میگه میتونی نماز رو ادامه بدی. در مذهب ابو حنیفه ببخشید، در مذهب ابو حنیفه شما میتونی اصلا نماز رو عجمی بخونی بدون عربی، میتونی نماز رو عجمی بخونی بدون اینکه اصلا تکبیرت الاحرام بکنی، بدون اینکه رفع الیدین بکنی، بدون اینکه سوره فاتحه رو بخونی. اصلا مذهبی که ابو حنیفه داره، مگه تو فکر میکنی مشکلش همینه که گفته قرآن مخلوقه؟ سوای اینکه این آدم راجبش اهل علم، ببین دوباره چی ها گفتن، هی برات بخونم انشاءالله تا زمانی که من وقتم تموم میشه. میگه کان الاوزاعی و سفیان یقولان ما ولد فی الاسلام على هذه الامه اشم من ابی حنیفه. میگه اوزاعی و سفیان گفتن که در اسلام هیچ کسی متولد نشده که شومتر باشه، نحستر باشه از ابو حنیفه. در قول دیگری دوباره میگه که بله، در قول دیگری اینجا میگه که شریک رو شما میشناسی، بهش میگن قاضی شریک، قاضی شریک هم بهش میگن، در عصر خودش قاضی بوده. میگه قال سمعت ابن عوین يقول ما ولد في الاسلام مولودا اشأم على اهل الاسلام من ابي حنیفه. من ندیدم در اسلام که کسی شومتر، سیاهتر، بدتر باشه از ابو حنیفه که به این اسلام وارد شد و مردم رو از راه اصلی بدر کرد. این هم که شما میگی توبه کرده، ببین اینجا قول رو دوباره میاره، میگه استطیب ابو حنیفه مرتين من الكفر، 2 بار توبه کرده، اصلا 2 بار توبهش مشهوده، یعنی یه بار همونی که شما گفتی توبه کرده ما گفتیم قبوله، دوباره کافر شده، کفر بواح که در عصر خودش اون رو تکفیر کردن، دوباره داخل اسلام شده. در روایت دیگری میگه قال سفیان الثوری ما ولد مولود بالكوفه او في هذه الامه اضر عليهم من ابي حنیفه. سفیان الثوری میگه هیچ کسی در کوفه و بر این امت متولد نشد که ضررش بیشتر از ابو حنیفه باشه. سبحان الله العظیم. ببینید اینها همه اقوال اهل علم در عصر خودش. ببینید که مالک ابن انس در ذکرش چی میگه؟ حدثني منصور ابن مزاحم سمعت مالك ابن انس ذكر ابا حنيفه فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين وقال من كاد الدين فليس من الدين. مالک ابن انس بهش گفت که، یعنی مالک ابن انس راجب ابو حنیفه به سوء حرف میزد، یعنی به شیوه بدی راجبش حرف میزد و گفت که ابو حنیفه کاد الدین و گفت و من کاد الدین فلیس من الدین. این تکفیر صریح از مالک ابن انس به نسبت جناب آقای ابو حنیفه. در روایت های دیگری هم که دوباره اومده میگه راجب ابو حنیفه ما کاد ابو حنیفه الا الدین. در روایت دیگری میگه قال مالک ابن انس ایذکر ابو حنیفه ببلدکم، آیا ابو حنیفه در سرزمین شما، در بلد شما وجود داره؟ قلت نعم، گفتم بهش بله. قال ما ينبغي لبلدكم ان يسكن، گفت که در اون شهر و منطقه شما اصلا یعنی ماندن و اقامت کردن دیگه به درد نمیخوره اگر ابو حنیفه
در اونجا باشه. شما چرا این اقوال ها رو نمیخونی؟ پس دوباره در قول دیگری میگه عن مالک بن انس قال ما ولد في الاسلام مولود اضر على اهل الاسلام من ابي حنیفه وكان يعيب الرأي. میگه هیچ کسی ضررمندتر از ابو حنیفه در این اسلام به دنیا نیومد که با رأی خودش کار میکرد. یعنی حدیث رو براش میخوندن، با رأی خودش کار میکرد، حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم رو قبول نمیکرد. یا شما اینها رو نمیدونی یا میدونی کتمش میکنی. به چند تاش میگی ضعیفه، به چند تاش میگی سندش ضعیفه. اگر گفتی سندش ضعیفه، ما از شما باید بیای در علم جرح و تعدیل برامون سند رو بازگو کنی. مگه فقط در کتاب سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل اومده؟ پس کتاب کرمانی رو میخوای چیکار کنی؟ پس کتاب خطیب بغدادی رو میخوای چیکار کنی؟ همه اینا تحریف شده، همش دروغه، چون باب میل شما نیست، همش تحریف شده. در اقوال های دیگری اومده که میگه سنه ابو سلمة التبوذکی حدثنی من سمع حمام. همین یک کلمه رو بگم مساکت بشم ها یا نگم؟ بفرمایید. میگه ابو سلمة التبوذکی حدثني من سمع همام قال سئل ابو حنیفه عن خنزیر البری قال لا بأس بأكله. یعنی میگه خنزیر بری یعنی خوک وحشی، ابو حنیفه میگه حلاله. بفرمایید. بسم الله. اما بعد در مسئله الحمدلله که اینجا همه شما دیدید که تا امروز بسیاری کسانی که ابو حنیفه رو تکفیر میکردن در اساس چی تکفیر میکردن؟ میگفتند که ابو حنیفه قرآن رو مخلوق گفت، کلام الله رو مخلوق گفت، کافر شد. ما به سند، به ثقات، به کتاب و به صحبه ثابت کردیم. از همین روز بعد هر کسی که انا همین حجت رو میگیرد باید دروغگوییش هم در بین خوارج و هم در بین اهل سنت و در همه جا معروف باشد که خودی ابو محمد الکردی در اینجا تصدیق کرد که تمام این مسئله را به پایان رسوندیم. اما پیش از این که به این شبهه که حالا ذکر کرد که فلان چیز را حرام گفتن، نبیذ رو، خنزیر رو، این اون رو، ما به صحبت پیشگذشته صحبت میکنیم. احمد ابن حنبل رحمه الله گفت در حق ابو حنیفه صحبت‌های بد گفتن. بله، همین نقل رو در اولین صحبتاش ذکر کرد. بیایید حالا همین حلقه 5-6 دقیقه خود رو مربوط بدهیم به صحبت، به سخن سلف صالح که ابو حنیفه رو بعد از مرگش رحمه الله گفتند. و این صحبت هایی که آقای ابو محمد الکردی میگه سندن ضعیف باطل یک، و قسم از اون پیش از توبه ابو حنیفه بود، پیش از توبه ابو حنیفه بود و به این اثبات میکنه. حالا میریم ما چرا سخنهای علما را نمیگوییم؟ میگه ببینید در نزد ما همه سخنهای علما هست، به اون سخنها میریم، لیکن آینده اوی سوست. اولا بارک الله فیکم سخن امام، یکی از امام های اهل سنت و الجماعت رو در این باب نقل میکنیم که درباره ابو حنیفه رحمه الله گفت به مانند کی است؟ ابو داود سجستانی است، صاحب کتاب سنن ابو داود رحمه الله، شاگرد امام احمد بن حنبل. در ببینید در تاریخ اسلام مجله 6 صفحه 137 به سندش و این چنین الذهبی سندش در تاریخ اسلام ذکر میکنه، میگه قال ابو داود رحمه الله، ابو داود گفت، ابو داود صاحب کتاب سنن، رحم الله مالکا، الله امام مالک رو رحمت کند، کان اماما، امام بود. رحم الله شافعی، کان اماما، الله رحمت کند شافعی را، محمد بن ادریس شافعی را، امام بود. رحم الله ابا حنیفه، کان اماما، الله رحمت کند امام ابو حنیفه رو که امام بود. امام، ما اینجا فقط امام بوده نگفته استیم، رحم الله، ما حالا کلمه رحم الله گفته استیم. این رحمه الله به چی دلالت میکرد؟ بعد از مرگ ابو حنیفه، بعد از مرگ ابو حنیفه ابو داود سجستانی صاحب حدیث، اهل حدیث، صاحب سند رحمه الله گفته است. از سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری بعد از این باز میاریم که حالا این بعضی سخنهای اینا رو نقل کرد، لیکن بعد به احمد ابن حنبل میریم. معروف است که کسایی که طعنه به ابو حنیفه میزنند، احمد ابن حنبل گفت که این در نزد من هیچ چیزی نیست، این است و آن است. بیارید ما به شما مسئله احمد ابن حنبل رو نقل کنیم. امام احمد ابن حنبل به سندش ذکر میکنند. ابن المعاد در کتاب شذرات الذهب مجله 1 صفحه 228، امام الذهبی در تاریخ اسلام مجله 6 صفحه 141 و این چنین خطیب البغدادی و غیر و غیره. ما این کتاب کرمانی، خطیب البغدادی، ابن حبان و غیره همه این منقدان میدونیم.
به سنداش میدونیم. بله میگوید احمد ابن حنبل که ببینید احمد ابن حنبل چگونه بود. میگن که کان الامام احمد بن حنبل اذا ذكر الامام ابا حنیفه ترحم عليه. وقتی که احمد ابن حنبل به در نزدشون ابو حنیفه رحمه الله گفته میشد، احمد ابن حنبل میگفتند که رحمه الله. و كان في المحنه فذكر له ان ابا حنیفه ضرب على تولي القضاء فبكى وقال رحمه الله. احمد ابن حنبل در حالت محنت بود، یعنی امتحان و ابتلایی که در مسئله خلق قرآن به سرشون آمده بود. در همین وقت شدت سختی به احمد ابن حنبل گفته شد که امام ابو حنیفه رو زدند و لطکوب کردند به خاطر اینکه منصب قضا رو بگیرد. ابو حنیفه نگرفت و وفات کرد، نگرفت، قبول نکرد. در همین حالت چی گفتن؟ احمد ابن گریه کردند و گفتند که رحمه الله، الله رحمت کند. کی را؟ ابو حنیفه رو. این سخنی کی است؟ سخنی انا همین احمد ابن حنبل که محمد کردی نقل کرد. محمد کردی سخنی رو نقل کرد که علما دربارش دو قول میگن، سنداً ضعیف است و بعد از این میگن که این روایت پیش از توبه بود، پیش از توبه بود. بعد از این میگویم که در کتاب عبدالله در سنه فرزند کی است احمد ابن حنبل صفحه 192 میگد که سمعت ابی رحمه الله یقول، یعنی اساسی روایتی که اینها طعنه میزنن که احمد ابن حنبل به همین ابو حنیفه رو چی کرد؟ انکار کرد. احمد ابن حنبل فرزندش میگه که من از پدرم احمد ابن حنبل شنیدم که احمد ابن حنبل گفتند که ابو حنیفه استتیب حنیفه، ابو حنیفه استتیب، ابو حنیفه 2 مرتبه توبه کننده شد. در کتاب چی؟ در کتاب الله درباره اینکه مخلوق میگفت. فقالوا له هذا کفر. و احمد ابن حنبل گفتند که بله تمام، اگر اجازه بدین همین عباره را به پایان رسونم، نه اگر اجازه ندین بالاخره بوکی نداره. نه بفرمایید، ادامه بدید، حرفتون رو تمام کنید، بفرمایید. بهترین احمد ابن حنبل گفتن که بله کفر است. اظن انه استتیبه، یعنی امام احمد در همین جا گفتن که من گمان میکنم که ابو حنیفه توبه کننده شدند. مذهب ما اهل سنت و الجماعت معروف است که به گمان حکم نمیکنیم. چه که دکتر محمد ابن سعید القحطانی، کسی که همین کتاب عبدالله احمد ابن حنبل از سنه رو تحقیق میکند، ذکر میکند در همین جا لا یقام حکم بالظن. بله در نزد اهل سنت و الجماعت معروف است، علمای نجد، علمای اهل سنت مشایخ به ظن نمیگیریم. انا من روایت احمد ابن حنبل است که به گمان است و پیشتر اومده سندش ذکر کردیم و احمد ابن حنبل رحمه الله گفتند و ابو داود هم رحمه الله گفتند. بفرمایید. خب ما این همه دلیل رو تا اینجا آقای مدنی آوردیم، ارائه کردیم. ببینید هنوز هم نصف دلایلی که من میخوام بخونم هنوز مونده و بیشتر از نصف، یعنی تا حالا چقدر دلیل خوندم بیشتر از اون هم مونده. الان همه رو برات باید بخونم. اینجا این مردم الان تقریبا 380 نفر در این اتاق هستن، باید بدونن ابو حنیفه کیه. چون چرا سالانیه، یعنی بسیار زمانیه که این رو از مردم یعنی قایم کردن، اقوال سلف رو راجع به ابو حنیفه نمیگن، ما میگیم اینا رو، دلایل رو میانیم. شما چطوری استناد کرده آقای مدنی؟ گفتی که ابو داود بهش رحمت کرد و فلان کس بهش رحمت کرد. یعنی این همه اقوال رو بریزیم تو زباله، چیکارش کنیم؟ قبولش نکنیم؟ یه اقوال یه همجور روایت شده بریم گوش نکنیم بهش؟ دوباره ببین حدیث رو میگی که حدثني ابراهیم ثنا ابو سلمة عن ابي عوانة قال سئل ابو حنيفة عن الاشربة فما سئل عن شيء الا قال لا بأس به وسئل عن المسكر فقال حلال. میگه راجع به هر چیزی از مسکرات ما از ابو حنیفه سوال پرسیدیم گفت لا بأس به، و سؤال ازش پرسیدیم فما سئل عن شيء الا قال لا بأس وسئل عن المسكر يعني خمر فقال حلال. آقا خمر ما آیه صریح راجبش داریم، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. یعنی یکی میاد به خمر میگه حلال، یکی میاد به نبیذ شدید. شاید شما بدونید مردم ندونه نبیذ شدید چیه. نبیذ شدید رو به انگوری میگن یا به خرمایی میگن که میارن اون رو مثل شراب میذارن، انقدر اون رو میذارن که دیگه شدید میشه، یعنی تخمیر میشه، در اون زمان میخورنش که اون هم انسان رو سرخوش میکنه. نوعی از انواع خمره که در زبان عربی بهش میگن نبیذ الشدید، اون رو هم حلال دونسته. در قول دیگری دوباره نگاه کنید، میگه حدثني منصور ابن ابي مزاحم قال سمعت شريكا يقول لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون
فیه من یقول بقول ابی حنیفه. ببینید شریکا چی میگه راجبه؟ شریکا میگه اگر در هر کوچه ای و یا هر محله ای در کوفه اگر انسانی اونجا بود که خمر میفروخت یعنی مشروب میفروخت خیلی بهتر بود از اقوال ابو حنیفه در بین مردم. ببینید در عصر خودش راجع به این آدم چجوری حرف زدن. حالا شما هم بیان بگید توبه کرده راجع به خلق قرآن، مگه مسئلهش همونه؟ ما هنوزم نگفتیم که این آدم راجع به اون توبه کرده. شما چون بحث رو راجع بهش پیش کشیدی ما گفتیم آقا فقط نه توبه کرده، مگه مشکلش فقط همینه؟ گوش کن بقیه رو بشنو. میگه حدثني ابو الفضل الخراساني ثنا ابو نعيم قال كان الشريك سيء الرأي جدا في ابي حنيفه واصحابه ويقول مذهبهم رد الاثر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه در گذشته شریکا به شدت راجع به ابو حنیفه با سوء حرف میزد و میگفت که مذهبهم رد الاثر عن الرسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی اثر رو رد میکرد، بهش حدیث میرسید قبول نمیکرد. اصلا معروف مدرسه اهل رأی در کوفه که مال ابو حنیفه بود معروفه، با حدیث کار نمیکردن. من اون دلایل میرم که راجع به نماز خوندم به هیچ کدومش جواب ندادی آقای مدنی. گفتم در مذهب ابو حنیفه میگه اصلا سوره فاتحه رو نخون، تکبیرۃ الاحرام نکن، فلان نکن. راجع به هیچ کدومش جواب ندادی. من بهتم حق میدم چون جوابی نداری، میخوای چی بگی؟ جواب نداری. خب قولهای دیگر رو برات بخونم، گوش کن ببین چی میگه. کان ابو حنیفه یقول، اینو دقت کن دیگه به خلق قرآن من میگم اونو اصلا فراموش کن. یعنی مشکلات ابو حنیفه انقدر می زیاده که اصلا خلق قرآن توش گم میشه. میگه قال كان ابو حنیفه یقول ایمان ابلیس و ایمان ابی بکر الصدیق رضی الله عنه نفس الشيء. یعنی میگه نفس الشيء، قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب. ابو حنیفه ببین رئیس مرجئه ها این فکرش از جعد ابن درهم و جهم ابن صفوان چنین یاد گرفته. میگه ایمان ابو بکر صدیق رضی الله عنه و ارضاه و ایمان ابلیس لعین علیه لعنت الله مثل همدیگر هستند. این از افکار مرجئه ها همینه که میگن دین یا میگن اسلام قول و عمل و فعل نیست. تو همین بگو لا اله الا الله تمام رستگار میشی. نماز نخون مسلمانی، زکات نده مسلمانی، قتل کن مسلمانی، هر غلطی دلت میخواد بکن مسلمانی. چرا؟ چون گفتی لا اله الا الله. این قول ابو حنیفه رو با سند اینجا ذکر کرده. میگه وحدثني ابراهیم بن سعید ثنا ابو توبه عن ابي اسحاق الفزاري قال كان ابو حنيفه يقول ايمان ابليس وايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه واحد قال ابو بكر يا رب وقال ابلیس یا رب. این از اصول مرجئه هاست که میگن هر کسی بگه لا اله الا الله ایمانش با ایمان ابوبکر صدیق نفسشه. نعوذ بالله. این رو میخوای چیکار کنی؟ از اینم توبه کرد آقای مدنی. قولهای دیگر رو گوش کن، معنیش اینه که نشنیدی که چی میگه آقای ابو حنیفه. میگه حدثنی، خب این راجب ابن مبارک انه سأل رجل، بله ببین ماشاءالله اینقدر اقوال زیاده که میگه قال ابو حنیفه بخلاف هذا. كسي از ابن مبارك سؤال میپرسه. حدثني ابو الفضل الخراساني ثنا حماد بن ابي حمزه السكري عن سلمة بن سليمان عن ابن المبارك انه سأل رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال ابو حنيفه بخلاف هذا فغضب ابن المبارك غضبا شديد قال أروي لك عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني برأي رجل يريد الحديث لا حدثكم اليوم بحديث وقام. میگه ابن مبارک یه شخصی نزدش اومد سوالی از ابن مبارک پرسید. ابن مبارک هم جوابش رو داد. اون شخص هم به ابن مبارک گفت من همین سوال از ابو حنیفه پرسیدم یه جور دیگری به من جواب داد. میگه ابن مبارک عصبی شد، یعنی به شدت عصبی شد. فغضب ابن المبارک غضبا شدیدا، به شدت عصبی شد و قال اروی لك عن رسول الله. گفت که من از پیامبر برای تو نقل قول میکنم، تو از یه آدمی برای من حدیث میاری که حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم رو رد میکنه. به خاطر همین از مجلس بلند شد و اون روز برای هیچ کس حدیث نگفت. وقتم تموم شد؟ تمام شد. همین شیخ گاوزن تو هم قرار گاوزن باشه. ببینید آقای ابو محمد کردی به من سوال میکرد که این سخنهایی که من میگم پس این چیه؟ تو دیگر صحبت میکنی من دیگر صحبت میکنم. بله همین سبب شد که ما با خودت مخالفت داریم. ما چی میگیم؟ ببینید حل مسئله رو ما چگونه میبینیم.
صحبت هایی که در طعنه ابو حنیفه آمده است تو سندش صحیح است. حالا که میگه که سبحان الله سندی که اینجا گفت یک چندش باطل است ما اینا حالی میبینیم حالی در آینده است. ما در فضیلت ابو حنیفه هم میبینیم حالی آینده میبینیم. ما حالا در مسئله کفر دو صحبت داریم. بالاخره ابو محمد کردی از موضوع بیرون شد. صحبت هایی که میکند همیش در باب کفر نیست. من نمی نشینم این بد است این است این است. این مسائل در باب بدعت هم گفته می شود که ابو حنیفه در باب بدعت داشتن. برای همین سخنهای سلف در سختگیری بدعت معروف است. همه سخنهایی که میگوید این تکفیر نیست. ابو محمد کردی سخنهایی که تو نقل میکنی این در تکفیر ابو حنیفه نیست. این در تبدیع ابو حنیفه است. در تبدیع سلف صالح این چنین شدید بودن. قبول است بله شدید بودن. این بدعت است. کدام از اینها گفتن که ابو حنیفه کافر است؟ کنی تحدک تو سخن احمد ابن حنبل را آوردی. من به تو گفتم که بعد از وفات ابو حنیفه رحمه الله احمد ابن حنبل چی کردن؟ گفتن که رحمه الله خطا کردن. گفتن تو سخن عبدالله فرزند احمد ابن حنبل را آوردی. ما بار دیگر میگیم حل همین است که ما میگویم حل ببینید ما چی میگیم. حل همین است که سخنهایی که در کفر ابو حنیفه آمده است نیم زایدش ضعیف است و بعضیش پیش از توبه ابو حنیفه است و باقی مانده سخنهایی که این از زمین کتاب تاریخ بغدادی ابن حبان کرمانی و غیره میخواند این منم در نظرم کشادگی حالا وجود دارد. حالا در آینده سندش میآیم. سخنی سخته که حالا یکی از سخنهای سخت رو در حق ابو حنیفه گفت حالا میآیم ایمان من جبریل این باطل است. این کذابی است و این دروغگویی در حق ابو حنیفه است. سندش در نزد من هست که ابو حنیفه رحمه الله میگه که هر کسی که از ما من سخن گفت کذاب است و این بار دیگر دلالت میکند که کسایی که ابو حنیفه را طعنه میزنند کذابین هستند. سند جاهل هستند. ما میدونیم که اینها کدام وقتی خواهند سند جهالت شیطانی کت میبرند. لیکن بالاخره حل همین است. ابو حنیفه رحمه الله خطا داشتند بدعت که داشتند. سلف همه سخنهایی که گفتند این در باب سختگیری بدعت است نه در باب تکفیر است. در باب تکفیر نقل بکن. در باب کسی که ابو حنیفه را تکفیر نکرده است نقل بکن که امروز برآمده است از جانب تو و خودت و امثالت که ابو حنیفه را کسی که کافر نگوید کافر است. کنی نقل بیار اینجا. اتحدک بیار اینجا. نقلایی که میکنی از موضوع بیرون است. در باب بدعت است. تو دو سه قولی که آوردی از احمد ابن حنبل و غیره که ابو حنیفه را تکفیر کردند برایت حجت به سند قائم کردم قبول کردی که ابو حنیفه در اینجا توبه کرده است. برس اناکنون ما میدونیم که ابو حنیفه چی مشکلی دارد. لیکن تو بیار مسئله کفری رو خلق قرآن رو قبول کردی که ابو حنیفه در این توبه کرده است. مرحمت کفری دیگر رو بیار. اون مسائل هایی که تو از نخوندن سوره فاتحه میگویی از جلدی خوک خوردنش این اون میگویی کتاب میارم میگویی این نقل ها را ما رو هم به سند دیگر به تضعیف دیگر و اقوال علما میاریم و این مسائل بعضیش مسائل اجتهادی است نه در مسائل اصول دین. این یک مسئله دیگر است. حالا ببینید عبدالله احمد ابن حنبل رحمه الله کسایی که امروز ابو حنیفه رو تکفیر میکنند در اساس کتاب انا همین شیخ عبدالله احمد ابن حنبل میکنند. روایت هایی که آورده است تحقیق کننده اش شیخ میگوید که 60% ضعیف است. میگه محمد ابن سعید القحطان همین کتاب با تحقیق محمد ابن سعید القحطان بینه سنداش چیکار میکرد همین ضعیف است خصوصا تکفیرش. و بعد از این خود احمد ابن عبدالله پسر احمد ابن حنبل میگوید که چخیلی که در کتاب تاریخ بغداد که ها ببینید خودی ابو محمد کردی نقل میکند. تاریخ بغداد در همون کتابی که این نقل میکند کتاب ها پیش کشوده است پیش من کشوده است. ببین در تاریخ بغداد مجله 13 صفحه 378 میگه سمعت ابا عبدالله احمد ابن حنبل يقول لم يصح عندنا ان ابا حنیفه كان يقول القرآن مخلوق. ببینید در احمد ابن حنبل بعد از وفات ابو حنیفه و بعد از این یک چند مرتبه رحمه الله گفت و بعد از این گفت که در نزد ما ابو حنیفه سخنش که قرآن رو مخلوق گفتهش صحیح نیست. ما اینو قبول نمیکنیم. ابو حنیفه قرآن رو مخلوق نمیگفت. انمی یگانه جایی که ابو حنیفه رو تکفیر کرده میشد. باقی مانده مسائلی که این آقا ذکر میکند مسائلی هست که مسائل های اجتهادی است. یگان جا به ابو حنیفه خواندن قرآن را که سوره بگویم فاتحه را انکار نکرده است. گفته است که نخونید هم میشود لیکن انکار نکرده است. یا که دیگر مسائل هایی که هست مسائل هایی که این مسائل ها اجتهاد که به دیگر مسائل باقی می رود. حالا ما تحدی میکنیم ابو محمد کردی را که کفر ابو حنیفه را نقل کند از سخنهای علما. همه سخنهایی که تو نقل کردی این در باب بدعت و مذمت بدعت است. تماش وقت
والله اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، من همینطوری بهت زده یعنی سرسام هستم که تو چه داری میگی، یعنی میخوام بفهمم تو چی میگی و نمیفهمم. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی من تا الان دارم برات دلیل میخونم، این همه دلیل برات خوندم هنوز نصفش مونده. بهت میگم آقا اومده مشروب رو حلال کرده، میگی نه این بدعت، این مسئله اجتهادیه، اگه تو راست میگی کفرشو برای من بیار. برات خوندم 3 بار قول مالک ابن انس رو، گفتم مالک ابن انس میگه ابو حنیفه کاد الدین و من کاد الدین فلیس من الدین، میگه نه اون از مسائل اجتهادی برای من بیار که این کفر کرده باشه. برات قول میخونم میگم حلال رو حرام کرده، حرام رو حلال کرده، برای من میگی مسائل اجتهادی و بدعت فقط میشه بهش گفت مبتدع. تو اصلا میدونی که شیوخ خودت از احمد ابن حنبل یا مالک یا شافعی راجع به مبتدع چی میگن؟ اصلا میدونی تکفیر مبتدع رو میکنن؟ اصلا تو خودت در نماز جمعه یا جاهای دیگری خودت اهل سنت روزها این رو دارن تکرار میکنن، میگن و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. اما بعد و چی میخوای بگی راجع به بدع حدیث صحیحی که معروف به اسم حدیث حوض در صحیح بخاری و در جاهای دیگری هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت میگم یا رب اصحابی اصحابی فیقول انك لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم مرتدين. حدیث رو یا نمیدونی یا تو اصلا نمیدونی که حکم مبتدع یا کسی که بدعه میکنه در دین نمیدونی اصلا معنیش اینه که حکمش چیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت میگم یا الله اصحاب من اصحاب من. جواب پیامبر رو میدن میگن انک لا علم لك بما احدثوا بعدك، تو نمیدونی اونها بعد از تو چه احداثی کردن. انهم ارتدوا على ادبارهم، حدیث صحیح در بخاریه و جاهای دیگری هم اومده. اصلا شما این چنین فکر میکنی که مبتدع چیز کوچکیه، حتی این اصلا از صفت مبتدع خارج، ما میگیم حرام رو حلال کرده شما میگین مبتدعه. این موضوع اجتهادیه. کی به شما گفته که در حلال و حرام موضوع اجتهادیه؟ الله عز وجل میفرماید ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آیه قرآن الله عز وجل میفرماید هر چه بر دهانتون میاد حلال و حرام نکنید از خودتون. کسانی که حلال و حرام میکنن افترا میبندن بر الله عز وجل لا یفلحون، رستگار نمیشن. الله عز وجل میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آقای ابو حنیفه اومده خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حرف زده، میگه سوره فاتحه هم نخون، فلانم نکن، فلانم نکن. شما میگی اجتهادیه، منع نکرده. خب میخواستی چی بگی دیگه؟ نمیخواستی بگی ابو حنیفه گفته اگر سوره فاتحه بخونی کافری؟ خب دستش درد نکنه همینو نگفته، اینم میگفت دیگه تمام میشد همه امر. الله عز وجل میفرماید قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. شما اومدی میگی این ابتداع، فقط ابداع کردی، این کفر نیست، کفرشو برام بخون، اونم برات میخونم. ببین تو از هر راهی در بیای من اون راهو میبندم والله العظیم. یعنی این رو به فضل الله عز وجل میگم، از بس که شما فقیر هستید، یعنی از بس که هیچی نداری دفاع کنی از این شیخ مجتهد، از بس که هیچی نداری ازش دفاع کنی، از هر راهی در بیای من اون راه رو به تو میبندم. گوش کن اقوال کفرش رو برات بخونم. هی میگی کفرش رو بخون، انگار تا حالا کفرش رو نخوندم. حدثني ابو الفضل ثنا الحسين بن الفرج الخياط ثنا ابراهيم بن ابي سويد قال سمعت حماد بن سلمة يقول ابو حنيفة هذا والله اني لارجو ان يدخله الله نار جهنم. حماد بن سلیمان رو خودت میشناسی کیه؟ از الله تمنا میکنه که ابو حنیفه رو به آتش جهنم در بیاره. حالا قول مالک و قول احمدم که بهت گفتم اونم فراموش نکن. قول سفیان ثوری هم که بهت گفتم که گفت در اسلام هیچ ضرری، هیچ شری بزرگتر از ابو حنیفه متولد نشده. این رو شما تکفیر نمیدونی، پس این چیه؟ هیچ ضرری مثل اون متولد نشده یعنی چی؟ گوش کن دوباره میگه حدثني ابو الفضل الخراساني ثنا محمد ابن عمير قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما ولد في الاسلام مولود اضر على الاسلام من ابي حنیفه. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ میگه هیچ کسی در اسلام متولد نشده که ضررش بر اسلام بیشتر باشه از ابو حنیفه. کسی که به اسلام ضرر میزنه حکمش چیه؟ کافر یا مسلمانه؟ میگه تکفیرشو برای من بیار از اهل علم. پس اینا چیه برات میخونم؟ جوکی یا چیه برات میخونم؟ اینا رو گوش کن دوباره. میگه حدثني محمد بن علي ثنا سفيان قال كنت عند ابي حنيفه يوما
فأتاه رجل فسأله عن مسألة في صرف فأخطأ فيها، فقلت يا أبا حنيفة هذا خطأ، فغضب وقال للذي أفتاه اذهب فاعمل بها وما كان فيها من إثم فهو في عنقي. میگه ترجمه نکنم بفرمایید. بعد ترجمه رو فقط همینو میگم که میگه سفیان میگه کنت عند ابی حنیفه، میگه من در نزد ابو حنیفه بودم. روزی شخصی اومد از ابو حنیفه سوال پرسید راجع به صرف، اخطا فيها، ابو حنیفه خطا کرد در جواب. فقلت یا ابا حنیفه هذا خطا، بهش گفتم تو خطا جواب دادی. فغضب، عصبانی شد. و قال للذي افتاه، و به کسی که بهش جواب داده بود گفت برو فعمل بها، همونی که بهت گفتم انجام بده. و ما كان فيها من الاثم فهو في عنقي، برو انجام بده، اگر مشکلی بود گناهی بود به گردن من. بفرمایید. بارک الله فیکم. مردم خود شما باید خوب دقت بکنید و قضاوت بکنید. حالا پیش مرا میگیری نمیگیری، اتحداک و غیر ذلك صحبت های اضافی است. ببین خودت به کجای داخل شده باشی، انا همون جا رو ما به خودت رد زده ایستادیم، هیچ جای فراری نیست. ما هم همون سخن خودت رو میگیم. به هر کجای دروازه رفتی همون دروازه رو برویت محکم میکنی، جای فرار نداری. ابو محمد کردی سخن ابو احمد ابن حنبل رو شدی آوردیم، الحمدلله اقرار کردی که در حقیقت ما این سخن قبول کردیم به سندش. و بعد از این ببینید همون کتاب خطیب بغدادی رو که این مطالعه کرده گفته می استاد و کرمانی و غیره رو ما از همین کتاب آوردیم که در همون جا روایت هست که ابو حنیفه رحمه الله از این سخن ها گشته است، لیکن اینها مقصد دیگر است. مقصد که ابو حنیفه را تکفیر کردن تمام. ما چی است؟ ما همه این سخن هایی که خونده شده است میدانیم، سخن های خوب را هم میدانیم و بین این جمع میکنیم. میگیم که ابو حنیفه توبه کردن در یک قسم، در قسم دیگری در بدعت بودند و همه این صحبت هایی که ابو محمد کردی میخواند، ببینید ابو حنیفه غضب کرد، ابو حنیفه حلال کرد، حلال مگر تشریع نیست. ابو حنیفه شراب را حلال نکرد. ما این نبیذ رو اگر گفت نبیذ که مس نمیکند، مس نکردن نبیذی که به نام شراب است، این مسئله فقهی دیگر است. ابو حنیفه اصلی شراب رو حرام گفت. این تهمت به ابو حنیفه است که شراب رو بالکل حلال کرده باشد رحمه الله. و بعد از این ما این خطاگی ابو حنیفه رو قبول نداریم. خطاگی کردم بله، برای همین علما گفتن که به اسلام سخت‌تر از ضرر ابو حنیفه چیزی نیست. این در باب بدعت است. تا به حال اون سوالی که به تو کردم، کفر ابو حنیفه رو بیار که تکفیر میکنی ابو حنیفه رو در اساس همون، و کسایی که ابو حنیفه رو رحمه الله میگه بیار که چرا رحمه الله گفته رو تکفیر میکنی. احمد ابن حنبل گفتی دروازه رو برویت بستم، اقرار کردی. عبدالله ابن احمد ابن حنبل دروازه رو از کتاب خطیب بغدادی آوردم، دروازه بسته. اناکنون سخن دیگر علما رو ببین، سخن ابو داود سیجستانی آوردیم، سخن دیگر آوردیم، سفیان ثوری با میریم، ایمان من از جبرئیل بلند گفتم میریم. اینها روایت ها همیش باطل است، دروغ است. سندش اگر یک آدم ضعیف داشته باشد هم میلش. در سند روایت هایی که ابو محمد کردی میآورد کذابین و تهمتچی، در اینجا اصلا جهالت و سند انقطاع است و وجود ندارد. ما حالا به سند هم میریم، لیکن گوش بکنید حالا ابو حنیفه رو با همون علمایی که در زمان خودشون بودن چی میگفتن. عن جرير قال لمغيرة جالس أبو حنيفة فقف عند إبراهيم لو كان حيا لجالسه. یعنی یحیی بن اکثم از جریر میگه که مغیره گفتن در زمان خودشون اگر ابو حنیفه زنده می بود در نزدش می نشستم تعلیم می گرفتم. اگر ابو حنیفه کافر باشد در نزدش می نشستم؟ نه، از این مراد که در نزد ابو حنیفه می نشستند. ابو حنیفه مشکلی داشت، مشکلیش می دونستن، لیکن رحمه الله مسلمان بود، مرمت سلف. شوابة ابن سوار میگه قال كان شعبة حسن الرأي في ابي حنیفه كثير الترحم عليه. شعبه گمانش، فکرش، اندیشهش در بالای ابو حنیفه خیلی هم خیر بود و بسیار ابو حنیفه را ترحم میکرد، رحمه الله میگفت. ببینید عبید الله بن موسى سمعت مسعرا يقول رحم الله ابا حنیفه ان كان لفقيها عالما. الله رحمت کند ابو حنیفه را که حتما فقیه و عالم بود، عالم دین و فقیه بود. بله خطا کرد. ما یک باره رد میزنیم به صوفی های غلات که معصوم بود، میگن نه، خطا کرد، بدعت داشت و همه سخنهایی که این میگوید قسمش به بدعت ربط دارد و قسم دیگرش باطل است. ایمانی و من ایمان جبرائیل، ایمانی و من ایمان جبرائیل برابر است و غیر است. قسم به الله اتحدى که سند بیار هر دو سندی همین به روایت به نظر میکن.
اگر کذاب نباشی، اگر دروغگو نباشی، اگر در سند گفتن در بالای ابو حنیفه خیانت نکرده باشی، همین روایت سندش بیا از نظر محققین جرح تعدیل نظر بکنیم که دعوای علم جرح تعدیل دعوای دروغین داری. اما کذابین دروغ میگویند که حالا ما به سند این روایت میرویم، یک به یک این روایت ها را در بالش میبندیم. حسين الجعفي سمعت زايدة بن قدامة يقول النعمان بن ثابت فقيه البدن لم يعدو ما أدرك عليه أهل الكوفة رحمه الله گفتند. یعنی مقصد من چی است؟ همه این علمای سلفی که ما داریم نقل میکنیم ابو حنیفه را بعد از وفاتشان رحمه الله گفتند، لیکن باز گفتند که احتیاط شوید که انا من ابو حنیفه در باب ایمان ارجاع خطا دارد، خطاگی دارد، بدعت. و در باب بدعت مذهب سلف صالح معروف است که مذمتی خیلی هم سخت میکردند. بارک الله فیکم. مگر این همه علما در نزد شما کافر است؟ بگوین که کافر است، بگوین آشکار واضح بگوین که کافر است. هیچ کسی ندارین. علمای شما کی است؟ دین از کجا میگیرین؟ از فکر خودش، مثل رافضه که قرآن میکشد خودش گپ زدن میگیرد، صحابه تابعین تبع تابعین این کار میکند. در امت بجز رافضه کسی نیست. خوارجین عیناً همین است، همه علما را تکفیر کردند. دروازه که آوردید محکم کردید. روح ابن عباده قال كنت عند ابن جريج فقيل له مات ابو حنیفه. در نزد ابن جریج بودم، با ابن جریج گفته شد که ابو حنیفه وفات کرد. چی میگویی؟ ابن جریج گفت فقال رحمه الله، الله ابو حنیفه را رحمت کند، لقد ذهب معه علم كثير، خیلی علم زیاد همراه ابو حنیفه رفت. این بودن علمای دور ابو حنیفه بعد از وفات ابو حنیفه. ذکری کفر را بیار، نه ذکری اون چیزهایی که بازی هست در بابی بدعت هست. دوباره من این رو دوباره تکرار میکنم، شنوندگان محترمی که در این لایف هستید ببینید این آدم همینطوری سبحان الله ادب رو بسیار کم رعایت میکنه. یعنی دوباره فحاشیش شروع میشه، همیشه اینجوریه. زمانی که دیگه دلیل نداره نمیتونه چیزی رو بگه، تکرار مکررات حرفاشو تکرار میکنه و دوباره این مثل رافض است، این شیعه خارجیه. من به تو هیچ جوابی نمیدم الا بهت میگم سلامه. و اما کفر ابو حنیفه رو دوباره برمیگرد. من انقدر اینجا دلیل جلو من نمیدونم آیا وقت بشه همه رو بخونم سبحان الله یا نه. میگه سمعت حماد بن سلمه یلعن ابا حنیفه. آیا تو عربی بلدی؟ من فارسی رو برات ترجمه میکنم اشکال نداره. میگه سمعت حماد بن سلمه یلعن ابا حنیفه، من از حماد بن سلمه شنیدم که لعنت میکرد بر ابو حنیفه. آیا بر مسلمان لعنت میشود؟ این تکفیر نیست دیگه. شما چی میخوای بعد از این؟ قال ابو سلمه و کان شعبه یلعن ابا حنیفه، بر ابو حنیفه لعنت میکردن. در حدیث 325 میگه حدثني احمد بن ابراهيم الورقي ثنى الهيثم بن جميل قال سمعت حماد بن سلمة يقول عن ابي حنيفه هذا ليكب الله في النار، الله عز وجل اون رو در آتش بیندازه یا ربی. در حدیث 326 میگه حدثني ابو معمر عن ابن اسحاق بن عيسى قال سألت حماد بن سلمة عن ابي حنيفه قال ذاك ابو جيفة سد الله عز وجل به الارض. حماد بن سلمه میگه ذاك ابو جیفه در عربی میدونی یعنی چی؟ جیفه در زبان عربی به یک لاشه مردار میگن که بوی گند گرفته، یعنی بوی متعفنی از اون بلند میشه. حماد بن سلمه بهش میگه قال ذاك ابو جیفه، دوبار تکرار میکنه ذاك ابو جیفه سد الله عز وجل به الارض، الله عز وجل اون رو در اعماق زمین ببره. یعنی اینطوری راجبش حرف زدن. آقای مدنی هم به ما میگه که کفرشو برای من بیاد. در حدیث 324 میگه که حدثني هارون بن سفيان حدثني الوليد بن صالح سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال ذاك أبو جيفة. در قول دیگری میگه قال وبلغني أن عثمان البطي كان يقول ذاك أبو جيفة. دوباره کسی هم دیگری به اسم عثمان البطي بهش گفته ذاك أبو جيفة. در حديث 325 میگه حدثني احمد بن ابراهيم
الدورقي ثنى الهيثم بن جميل قال سمعت حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة هذا ليكب الله في النار، الله عز وجل اون رو در آتش جهنم بندازه. و اما اقوال های بسیار زیادی که من راجع به این آدم دارم، 1 2 3 4 5 6 تا نیست، چون توش روایت جواب نمیدی. من هرچی برات میخونم همش میگی اینها سندش فلان علان قلان بلانه. من اینو به تو میگم، به اینا میگی سندش ضعیفه. آقا جان 4 تا از علمای جرح و تعدیل رو برای ما بیار که راجع به یکی از روات اینا حرف زده باشه، بگی فلان کس رو عالم جرح و تعدیل گفته این آدم کذابه یا متهمه یا مجهول الحاله. دلیل چیه میگی اینها همش باطله؟ یعنی این رو ما از یک کتاب معتبری آوردیم که به اسم خودتون اون رو یعنی کتاب معتبری میدونید، مال عبدالله پسر احمد ابن حنبله، در کتاب کرمانی هم با همین لفظ اومده، در کتاب خطیب بغدادی هم با همین لفظ. همش باطله. اما اقوالی که شما بهش استناد میکنید راجع به مدح ابو حنیفه همش صحیحه. والله ما لكم كيف تحكمون. چجوری این شیوه تحاکم شما؟ یا حرف نزن یا نگو ضعیف، درست نیست، دروغه، یا بفرما بسم الله هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بیار ثابتش کن. من راجع به ابو حنیفه بسیار گفتم، آیه برات خوندم، حدیث برات خوندم، تا الان هیچ چیزی جز چند کلمه تکرار مکررات از تو نشنیدیم. چی گفتی؟ من حرفاتو یه بار دیگه برای شنوندگان تکرار کنم. همش میگی ما این باب رو ازت گرفتیم، ما جواب دادیم، این رافضیه، این خوارجه، این از فکر خوارجه، این فلان رو تکفیر میکنه، این بلان رو تکفیر میکنه. همش اینو میگی، جز این چی داری بگی؟ همه این چیزایی رو که راجع به ابو حنیفه گفتیم شراب رو حلال کرده. چی گفتی راجبش؟ گفتی نه قول دروغ باطل، نبیذ رو حلال کرده. خب اصلا سندش رو میخوای دوباره برات بخونم؟ تو هر چی بگی من سندن برات میخونم که نگی دروغه. اگرم گفتی دروغه بفرما سند رو برای ما بیار، برای ما سند رو کامل شرح کن، بگو اینها با این سند این شخصی که شما در حدیث آوردی میخونی بهش استناد میکنی تعن راجع بشه، تعنشو برای ما بیار. یا از هوای نفس خودت میگی ضعیف، کدومشه؟ حدیث رو دوباره بیاریم یک لحظه. عن ابا، کجا بود حدیث؟ والله از وقتم هم داره میره، میخوام بیشتر حرف بزنم تا اینکه دنبال این بگردیم. بله حدیث اینهاش میگه حدثني ابراهیم ثنا ابو سلمة البوذکی. اما بعد در مسئله این که ما تا به حال به شما برادران و خواهران عزیز اهل سنت و الجماعه بیان کردیم و طرف مقابل رو هم تحقیر نکردیم. ما گفتیم روش رافضه هم همچنین است برای فهمیدن شما، ما تحقیر هم نکردیم و تحقیر هم نمیکنیم. لیکن ببینید ابو حنیفه رحمه الله را تکفیر کردن در اساس سخن احمد بن حنبل. آوردیم که احمد بن حنبل بعد از وفات رحمه الله گفت. ابو داود سجستانی، شعبه، 10 نفر آوردیم، بله. 100 نفر دیگر می آوریم، بله. لیکن حالا ببینید کمی پیش نقل کرد که ابو حنیفه گفتند که ایمان من، ایمان ابوبکر، ایمان ابوبکر، ایمان ابلیس یک چیز است. یعنی این سخنی در حقیقت کفر است و دوام هم دارد. این از کجا خوند؟ خودش گفت از کتاب خطیب البغدادی. ما سندش که نقل میکنیم، سندی کذابین نقل بکنیم، خوب نظر بکنیم. روایت اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن سابور اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن العبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمود بن موسى الأنطاكي قال سمعت ابا اسحاق الفزاري يقول، شنیدم که اسحاق الفزاری میگفت سمعت ابا حنیفه یقول. اسحاق الفزاری شنید که ابو حنیفه میگفتن چی میگفتند؟ ایمان ابی بکر و ایمان ابلیس واحد. ایمان ابو بکر و ایمان ابلیس یک چیز است. اعوذ بالله. قال ابلیس گفت که یا ربی و قال ابو بکر الصدیق یا رب. ابلیس هم گفت که یا رب، ابو بکر الصدیق هم یا رب. و من کان من المرجئه لم يقل فانكسر عليه قوله. همین روایت در اساس همین روایتی بعد از خلق قرآن که احمد ابن ابو حنیفه رو در اساسش تکفیر میکردند و از سخن گشتند، البته دومین شبهه که سخت‌ترین شبهه در اساس همین ابو حنیفه رو تکفیر میکنند. خودی ابو محمد الکردی روایت کرد. لیکن حالا سندش نظر بکنید، اینها همین چرت و پرت از همه طرف دروغ و بر دروغ آوردن میگیرن. کنی تحقیق، کنی علم، نظر بکن. این سخن باطل است، هم سندن و هم متنن به ابو حنیفه رحمه الله. اما در سندی همین سخنی که
آقای ابو محمد الکردی روایت کرد محبوب ابن موسی الانطاکی گفتن انسان است. محدثین بیار میگه، محدثین بیار که چی میگه؟ ابو داوود محدثین صاحب کتاب سنن شاگرد احمد بن حنبل، ابو داوود در بالای این انسان میگه که محبوب بن موسی الانطاکی لا يلتفت الى حکایاته التالفه، به حکایت های انمین محبوب ابن موسی انطاکی کرده هرگز نظر کرده نمی شود. یک روایت های بیکاره دروغ است. قبول نداری ابو داوود؟ بار دیگر نظر بکن. الدار قطنی در بالای انطاکی چی میگه؟ سویلح لیس بقوی، این قوی نیست میگه. سند دیگریش نظر بکن. اگر به کتاب هم خواهی، کتاب جرح و تعدیل مجله 8 صفحه 389، تهذیب و تهذیب مجله 10 صفحه 52، لسان المیزان مجله 7 صفحه 350. مرحمت به صفحهش نظر بکن. خودت یک بار تعلیم بگیر از علمای طالب علمان اهل سنت و جماعت که به سند ضعیف به یک دروغ بافته کسی را تکفیر کردن این جهالت است. شما نمین است که به سندی که ضعیف است علمای محققین و محدثین اهل سنت تکفیر کردین. به ضعیفی که اصلا ضعیف است و دروغ میگه رفتن به کذابین پیروی کردن. عاقبت بدعت شما همین است که سلف صالح ترک کردن به کذابین پیروی کردن. دیگر راهی نیست، همین است. و در روایت دیگر میگن که و فیه ابو اسحاق الفزاری، دوم آدم این سند ضعیف است. همین سندی که گفت تعنزت دومین سندش ضعیف است. کی است؟ ابو اسحاق الفزاری ابراهیم ابن محمد ابن الحارث. قال عنه ابن سعد، ابن سعد در حق این گفت کان کثیر الخطا، این بسیار خطا میکرد. و در دوامش میگه ولکنه لم يسلم من حسد الاقران فلا يقبل منه هذا الكلام ان صح. قبول کردن نشد این کلام میگه اگر چه صحیح باشد، برای که این معروف بود به حسد به گرد اطرافش. و بعد از این متن هم معروف است که ما با اثبات میکنیم، در جای دیگر اثبات میکنیم که ابو حنیفه رحمه الله با اومدند و خبر دادند و گفتند که ابو یوسف همین خیلی سخن است که گویا که ایمان تو ایمان همه برابر است. گفت اعوذ بالله من ذلک، من پناه میبرم از این چیز. گفت من این چیز نگفتم. پس این دلالت میکرد که سندن روایت هایی که اینا میگن چی است؟ باطل است. مثلا سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری، عبدالله ابن مبارکی که میگه سخن های سخت باش. تمام. خب آقای مدنی، مع الاسف یعنی با من نمیتونی از این کارا بکنی. حالا شاید با کسی دیگری انجام بدی بسیطه، اما با من نمیتونی. نه، سندی رو که شما ذکر کردید اصلا در سند من نبود. سندی رو که من برات آوردم الان همه رو مو به مو یک به یک رواتش رو برات میخونم، اقوال علمای جرح و تعدیل رو راجبش میخونم، آدرس صحفه رو بهت میدم. شما رفتی از کتاب خطیب بغدادی آوردی. من این سند رو که الان برات میخونم و قبلا هم برات خوندم، اگر این اتاق یعنی ریکورد باشه، از کتاب السنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل در صفحه 154 دقت کن، در صفحه 154 میگه و حدثني ابراهیم بن سعید. گوش کن رواتش ببین کیه. و حدثني ابراهیم بن سعید ثنى ابو توبه عن ابي اسحاق الفزاري قال كان ابو حنيفه يقول ايمان ابليس وايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه واحد قال ابو بكر يا رب وقال ابليس يا رب. این سندش. و راجب این شخصی که شما بهش گفتی اسحاق الفزاری گفتی بهش که ضعیفه، اینجا در یعنی جرح و تعدیل راجب این راوی راجب ابراهیم چی میگه؟ اصلا سند کامل برات بخونم. هو ابراهیم بن محمد بن حارث ابن اسماء بن خارج توفی سنه 186 یعنی در سال 186 هجری مرده. قال نسائي ثقة مأمون أحد الأئمة. وقال أبو حاتم اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إيمان يتقي به بلا منافعة. یعنی هیچ شکی در این نیست که راجب فزاری این رو نسائی گفته اگر به من ایراد بگیری بگی تو اجتماع میکنی، من قول رو برات خوندم. قال نسائی و ثقه مأمون. دیگه تو یه چیزی دیگری بگی من با تو کاری ندارم، از قول نسائی برات آوردم. و قال احمد العجلی كان ثقه صاحب السنه صالحها وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم والسنة وكان يأمر وينهي. وقال سفيان بن عيينة كان إمام إبراهيم بن محمد بن الحسن بن العلوي.
این رو من راجع به این سند با شما حرف زدم که گفتم ابو حنیفه میگه ایمان ابلیس و ایمان ابوبکر مثل همه. سندشم تنها این سه راوی گوش کن. و حدثني ابراهيم بن سعيد ثنى ابو توبه عن ابي اسحاق الفزاري قال كان ابو حنيفه يقول ايمان ابليس وايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه واحد قال ابو بكر يا رب وقال ابليس يا رب. اینو من سندو براتون الان درست کردم و اصلاحش کردم، دیگه نمیتونی راجع به این چیزی بگی. و اما راجع به این که همش گفتی کفرشو بیار، ما چندین چیز دیگر رو برات میاریم، فقط اینا نیستن. گوش کن، من فقط وقت میخوام برسم اینا رو برای شما بخونم. آقای مدنی در حدیث 226 در همون کتاب السنه عبدالله بن احمد بن حنبل میگه حدثني ابو الفضل الخراساني ثنى علي بن مهران الرازي ثنى جريج عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن سليمان يشتم ابا حنيفه. در اینجا میگی که سمعتو، یک لحظه من این روایت به این عوض کنم. بله این سند رو گوش کن. حدثني ابراهيم سنة ابو صالح محبوب بن موسى الفلاء عن يوسف بن اسباط قال ابو حنيفه لو ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذ بكثير من قولي. این کفر رو نگاه کن، میگه ابو حنیفه گفته لو ادرکنی رسول الله، یعنی اگر پیامبر من رو میدید بیشتر فتاواهاش رو از من میگرفت. نعوذ بالله استغفر الله ربی و اتوب الیک. یعنی تو چند تا از این حرفا رو میخوای والله العظیم آقای مدنی من تعجب میکنم، چند تا از اینا رو میخوای بگی دروغه؟ مگه یکی، دو تا، 10 تا، 20 تا، 100 تا، 200 تا، چند تا از اینا میخوای بگی دروغه؟ همش دروغه که ابو حنیفه میگه لو ادرکنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاخذ بكثير من قولی. اگر من رو میدید رسول الله صلی الله علیه وسلم قطعا از اقوال من میگرفت و با اقوال و با آراء من بین مردم فتوا میداد. نعوذ بالله استغفر الله ربی و اتوب الیه. این کفر بواحی دیگه من نمیدونم والله العظیم چی بگم که دیگه احتیاجی نداره واقعا چیزی بگم. در حدیث دیگری میگه سمعت حماد بن سلمة يقول ابو حنیفه هذا والله اني لارجو ان، این رو براتون خوندم دوباره، این سند رو براتون خوندم، این با یک لفظ دیگری اومده چون یک لفظ نیست. این رو هم براتون خوندم که حماد بن سلیمان لعنت میکنه بر ابو حنیفه. آقای مدنی اینا رو چی میگی؟ مگه نگفتی از کفرش بیار؟ آوردیم دیگه، چندین بارم برات آوردیم. ذاک ابو جیفر رو برات بفهم. اما بعد بارك الله فيكم. مختصرا سندی که آورد سندی سخته، البته که ضعیف است. ما چیزی که گفتیم انا همون ثابت است و روایتی که آورد روایت ضعیف است و تهمت به ابو حنیفه در مسئله ایمان است، زیرا که به سند صحیح ابو حنیفه رحمه الله این چیزا خودشون انکار میکنن، این روایت رو انکار میکنن. و بعد از این میگه که ابو حنیفه رو لعنت کردند. آیا این دلالت به کافر بودن ابو حنیفه نمیکند؟ نه، لعنت هرگز به کافر بودن ابو حنیفه نمیکند. در نزد سلف صالح لعنت به کسی که اهل بدعت باشد و بدعتش منتشر شده باشد معروف است، و مانند ارجاء و غیره. این معروف است. لیکن افسوس که از سبب جهل بعضی از انسان ها از این قضیه بیخبرند. قضیه لعنت دیگر است، تکفیر دیگر است. لعنت رو بله لعنت و تکفیر نظر کرده می شود در یک منهج، لیکن لعنت رو به اهل بدعتی که دعوت کننده به بدعتش است مناظر کنندش کرده می شود. لعنت تکفیر نیست. ما بار دیگر طلب میکنیم، ابو حنیفه رو شما تکفیر کردید. کسی که ابو حنیفه رو رحمه الله گفت تکفیر کردید، دلیل شما کجا است؟ احمد ابن حنبل است؟ جواب شد. کتاب‌های سندهایی که آوردید جواب شد. چی است؟ هیچ چیزی بجز طعنه بهش نیست. باز این روایت‌هایی که می‌آورند از ابن حبان است، از خطیب است، لیکن ما بیاید برویم اکنون شروع بکنیم به سخن علمایی که در حق ابو حنیفه در زمان ابو حنیفه رحمه الله گفتند. کسانی که از سلف صالح در زمان ابو حنیفه را تزکیه دادند، گفتند که امام است، خوب است. تا به حاضر ما منهجی آمده ایستادیم، آهسته ردهای اینا جواب داده، سنداش گفته. اکنون نوبت خوندنی ما هم آمد. بالاخره تا صبح تا فردا کتاب خونده میگیریم. چه خیلی که تا اول تا آخر آقای ابو محمد کردی
آقای مدنی یه لحظه عذر میخوام آقا جان، شما من هر چی بهت بگم یک مسئله عربی داره میگه عنز لو طارت، عنز لو طارت، متوجه شدی؟ اگه میخوای برات ترجمه کنم، یعنی دو نفر ایستاده بودن، یکیشون یک کلاغی رو از دور دید گفت این بوزه، دیگری گفت آقا کلاغه، گفت والله بوزه. بعد از کمی این کلاغه پرواز کرد، این یارویی که میگفت بوزه وقتی من رو نظر بکنید، وقتی من رو نظر بکنید، خب وقت شما همینه، گفت عنزل و طارد، گفت این بوزه، حتی اگر پرواز کنه بوزه. شما هم همینو میگی، ما هر چی دلیل میاریم حرف ابو محمد وقت نماز من بیشتر از این با شما حرف نمیزنم. اما اگر آقای مدنی بله اجازه بده، اگر انشاءالله راجع به هر موضوع دیگری که اگر خواستی، این برادری که بین من و شما وقتها رو برامون میگرفت انسان عادلی بود، الله سبحانه و تعالی یا ربی اونو ما رو هدایت کنه یا ربی. همین برادر اگر بیاد، ما یک لایو زنده رو در پیج خودم درست میکنیم، تشریف بیار، همینطوری با ادب حرف بزن، بدون تمسخر کردن، بدون استهزاء کردن. ما انسانیم، حرف میزنیم، دلایل رو میاریم، مردم خودشون عقل دارن، فکر میکنن، احتیاجی نیست به همدیگر طعنه بزنیم، به همدیگر یعنی فوش و بد و بیرا. ما انسانیم، کجا انسان مسلمان فوش و بد و بیرا میگه؟ و من بسیار متشکرم از همه دوستانی که در این گروه حوصله کردن، حرفای من رو شنیدن و حرفای شما رو شنیدن. از همه معذرت میخوام اگر به شیوه حرف زدم کسی رو ناراحت کردم. والله تنها غیرتا للدین، یعنی تنها غیرتی برای دینمه، وگرنه من با شما هیچ مشکل شخصی ندارم. و نسأل الله عز وجل ان یهدینا و ایاکم الى سواء الصراط. من اینجا رو ترک میکنم چون وقت من واقعا. آقای ابو محمد یک لحظه ببینید، تا امروز از جانب شما که دعوا میشد که ما به کسی صحبت نمیتیم و داد و فریاد و اینچونی، شما رو هم کسایی هستن که همچنین میگن ما رو، یا کسای دیگری رو، یا عذری هستن که اینطوری دعوا میکنن. عدل باشد، ما در کجای عدل نباشد وارد بحث هستیم. اگر خودت اگر راضی باشی که آینده هم بحث مناظره باشد در بالای موضوع دیگری، این امروزه کسی که در بالای ما انا همین وقتها را اداره کرد میبریم اونجا. موضوعی که من میخوام با خودت بحث بکنم در مسئله تکفیر بالعموم، زیرا که ما تکفیر میکنیم کسانی رو که تکفیر بالعموم میکنن در اساس حجت و دلیل قرآن و سنت فهم سلف. ان شاء الله مثل همین یک بحث داشته باشیم باذن الله وقتی که هفته آینده از دیگرش است. و خواهش میکنم یگان سروغه رو داشته باشین. این سروغه رو از یگان تلگرام است، ایمو هست، با این دوستی ما یک پیوست بشوین تا که روزها رو معین بکنیم و در آینده در این مسئله یک بحث داشته باشیم. تمام همین است و به همه کسایی که شنیدن گفتم که شما اگر تشریف بیاری ما برات لایو زنده میزنیم، همونجا تشریف بیار، با احترام و با ادب حرف میزنیم. مناظرم یعنی همین، یعنی دو نفر حرف میزنن، مردم گوش میکنن، کدومشون قولش احسنتر بود بهتر بود اون رو قبول میکنن. همین مناظره، نه اینکه ما به جان هم بیفتیم تو جاهلی، تو نفهمی، تو فلانی. این که طرز حرف زدنه، والله بالله اصلا با این من مخالفم با اینجور حرف زدن. انسان با ادب ادله ها ما نگفتیم، ما این صفات رو نداریم. با تمام احترام، الجزاء من جنس العمل. کمی خودت هم بعضی میگویی کمی میگوییم، خاموش باشی خاموشیم، یگان مشکل ندارد. مسئله علم است، دین است، حجت به طعن و لعن نیست. بوکی ندارد. وقتی که وقت نماز است، کسی که یک نماز دیده و دونست ترک میکنه کافر است. وقتی نماز باشد ما اجازت میدیم، لیکن ما کمی صحبت های علما رو در این باب که خودت در همین کتاب بغدادی دیدی، ابن حبان دیدی، عبدالله ابن احمد دیدی و مناقب امام ابو حنیفه در دیگر کتاب‌هایی که امام الذهبی و ابن کثیر و غیر ده ها کتاب است دیدی، کمی من مطالعه میکنم، مسئله ما هم به پایان میرسه. بارک الله فیک. خیلی خوب، بارك الله لكم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. آمين آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر عزیز، الله اکبر، الله شیخ مازین السلام علیکم تعالی و برکاته. چی گفت؟ یک بدعت است. البته ما به بدعت تکفیر نمیکنیم، بوکی ندارد. این دلالت به همون بدعت میکنه که بفرمایید برادر طالب علم و مشایخی که اینجا هستین صحبت بکنین. کمی در پیش از صحبت شما، پیش از تعلیقایی که شما میکنید، بعضی اناکنون سخنهای سلف رو مطالعه کنیم. ابو عمر صدا تو پس است. ببینید صحبت من تکفیر بکنه یک شب در آخر بگه که الله برکت و السلام علیکم. اصلا من حیران شدم شیخ.
بله ولی به این میرویم. ما حالا ببینید برادر عزیز، چرا ما سخنهای علما را در فضیلت ابو حنیفه یک باره نقل نکردیم؟ ما سخنهای ابو حنیفه را به دو قسم تقسیم میکنیم. یعنی سخنهای علما در باب ابو حنیفه را به دو قسم تقسیم میکنیم. قسمی که ابو حنیفه را رحمه الله گفتند و این ضربه به کسایی که تکفیر میکنند و غلات هستند، و قسمی از علما فقط تزکیه دادند که اگر ما این فقط تزکیه داده دیگر علما را نقل کنیم، اینها میگن که خیر این تزکیه است، کنی رحمه الله نیست میگن. برای همین ما فقط رحمه الله گفته رو خوندیم که رحمه الله به آدم مرده بعد از مرگش میشد. همون سلف گفتند. انا کنون کمی بارک الله فیکم بعضی از سخنهای سلف میگیم وقتی شما بسیار نمیبریم، برای اینکه آخرین وقت 5 دقیقه وقتی من بود، همین وقتی 5 دقیقه من باب عدل بیاید اجازه بدید در حق ابو حنیفه رحمه الله صحبت بکنیم. یحیی ابن معین یکی از بزرگترین کسایی که علم رجال است ضعیف میگه و کسی که سخت میستد، متشدد در انسانهای مبتدی هست، لعنت میکند و انکار میکند، در ابو حنیفه در حق ابو حنیفه چی میگه؟ انا همین خطیب البغدادی که کسایی که طعنه به ابو حنیفه میزنند، خطیب البغدادی از همونجا روایت میکنه، لیکن کتاب خطیب البغدادی یک قسمش طعنه به ابو حنیفه، یک قسمی با همون مناقب ابو حنیفه ذکر میکرد. خطیب بغدادی ناانصاف نشدن که فقط گنده کنند ابو حنیفه، نقضش هم ذکر کردن، لیکن افسوس که اینا نقضش قبول نمیکنند. حالا من خطیب البغدادی به اسنادش از یحیی بن معین روایت میکند که قال یحیی بن معین گفتند كان ابو حنیفه لا يحدث بالحديث الا ما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ. ابو حنیفه همچنین انسان بود که سخن میکرد از حدیث پیامبر فقط چیزی که انیق و دقیق از یاد میدونست، چیزی که انیق و دقیق نداند کمتر لفظاش دیگر باشد هرگز از زبان پیامبر دروغ نمیگفت. ابو حنیفه از زبان پیامبر دروغگو نبود. خیلی که امروز دو سه جوانچه های بر اومدن و میگن که ابو حنیفه از زبان پیامبر دروغ میگفت، سخن پیامبر را رد میکرد. مرحمت یحیی بن معین گفت در کدام کتاب؟ تاریخ البغداد مجله 13 صفحه 449، التهذیب کتاب دهمین مجله دهم صفحه 450، سیر اعلام النبلاء امام الذهبی مجله 13 صفحه 395. انمی سخنی یحیی بن معین اومده است. یحیی بن معین میگن که ابو حنیفه از زبان پیامبر دروغ نمیگفتند، دروغگو نبودند. طعنه که کسی که همین میزنه دی کذاب است به ابو حنیفه. بعد از این باز خطیب البغداد روایت میکرد که عنه ايضا من طريق احمد بن الصلت الحماني قال سمعت يحيى بن معين وهو يسأل عن ابي حنيفه اثقة هو في الحديث؟ قال نعم ثقة وكان والله اروع من ان يكذب وهو اجل قدرا من ذلك. يحيى بن معين رو پرسیدند، یعنی محدث سلف صالح پرسیدند که در حق ابو حنیفه چی میگویی؟ ابو حنیفه ثقه بود در حدیث یا نه؟ بله در این مسئله اختلاف است. بعضی ها ثقه گفتند، بعضی ها صدوق گفتند، باکی ندارد. اما یگان نفر از علما ابو حنیفه را تکفیر کرده به همون به تکفیر بعد از مرگش هم نایستاد. این باطل است این سخن. ابو حنیفه را کذاب هم نگفتند، از نام رسول الله دروغ میگوید هم نگفتند، بلکه ببینید چی گفتند، گفتند که ثقه است. بله اینجا یحیی بن معین قسم میخورد و میگه که والله میگه ابو حنیفه خیلی هم پرهیزگارتر و تقواتر از خیلی هم از الله ترس میترسید که در حق پیامبر دروغ گوید. در حق پیامبر دروغ، از نام پیامبر دروغ نمیگفت ابو حنیفه. و هو اجل قدر من ذلك، درجه ابو حنیفه از این بلند بود. بله حدیث هایی که ابو حنیفه روایت میکردند ضعیف است و غیر و غیره. ضعیف بودن بعضی حدیث، ضعیف بودن مذهب ابو حنیفه در بعض باب این دلالت نمیکنه که ابو حنیفه قصداً مخالف پیامبر برآمده باشد. نه والله. چقدر کتاب های غیر از بخاری و مسلم تمام کتاب ها حدیث ضعیف دارد. اگر یک حدیث ضعیف یک عالم روایت کنند معنیش اینه که این دروغگو در حق پیامبر قصداً ذکر کرد. نه، کتاب شیخ الاسلام رفع الملام عن ائمه الاعلام ذکر بکنید. بعضی حدیث های ضعیف شاید عالم صحیح بیند خطا کند، این خطاگیش نش ممکن است، اما قصداً دروغ نمیگفتن ابو حنیفه که امروز طعنه زننده ها میگن که ابو حنیفه کذاب بود و دروغ میگفت. اعوذ بالله. طعنه زنیت هم آخر یک سخن گویت هم در اساس علم کنید، ببینید هیچی ندارن، هیچی نیست. این سخنی که ما گفتیم باز در همین کتاب تاریخ بغداد مجله 13 صفحه 450، تهذیب التهذیب مجله 10 صفحه 450، سیر العالم النبلاء صفحه مجله 6 صفحه 402 آمده است. و باز پرسیده شد همین یحیی بن معین هل حدث سفیان عن ابی حنیفه؟ آیا سفیان از ابو حنیفه یگان چیزی رو سخن کرده است یا نه؟ همین سفیانی که حالا این ابو محمد الکردی میگفت که سفیان ابو حنیفه رو این گفت آن گفت. ببینید یحیی بن معین به سوال دادن که همین سفیان از ابو حنیفه یگان چیزی روایت و نقل میکرد یا نمیکرد، یا دشنام میداد.
یحیی بن معین سخنش قبول است یا که ابو محمد کردی سخنش قبول است؟ یحیی بن معین سلف صالح میگه که نه، كان ابو حنیفه ثقة صدوق في الفقه والحديث معون على دين الله. ابو حنیفه ثقه بود، در روایت صدوق بود، در فقه و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و انسان امانتدار در دین الله بود. نظر بکیدم کتابایی که پیشتر گفتیم و خطا کردم. کتابای پیشتر که گفتیم تاریخ البغداد مجله 34 این انمین به همین روایت دخل دارد و پیش از این سخنی گفتم در کتاب تاریخ البغداد و با همین در همین جمعش وجود دارد. الله اکبر. پس یحیی بن معین وقتی که میگه که ابو حنیفه هم خیلی آدم است، احمد بن حنبل میگه که ابو حنیفه رحمه الله است، عبدالله احمد بن حنبل وقتی که روایت میکند که پدرم گفت که در نزد ما ابو حنیفه ثابت است که کتاب الله هم مخلوق نمیگفت. وقتی که ابو داوود سجستانی میگه که رحمه الله ابو حنیفه میگوید، وقتی که شعبه رحمه الله میگه، وقتی که دیگر سلف ابو حنیفه رحمه الله میگویند ما سخن این سلفه گیریم یا سخن فهمی ابو محمد الکردی بگیریم. بله سخن‌هایی که ابو محمد کردی گفت ما یک چند سندش ذکر کردیم که باطل است، سخن دوم آوردش که سندش باطل است، لیکن سخن‌هایی که بعد از این آورد که ابو حنیفه را مثلا میگفتن که به اسلام ضرر آورد، دین آورد، این سخن را در حق همه مبتدعه گفته میشد. زیرا که ما باید انصاف کنیم. ابو حنیفه در حقیقت خطا کردن در باب ارجاء خطا کردن. ابو حنیفه رحمه الله خطا کردن. سلف در همین خطاگیشون سخنی سخت زدن. همین گپ است. بله بعضی از توبه و این آن پیش از توبه بود. توبه خودی ابو محمد الکردی قبول کرد. اخیر نتیجه این بحث ما چی شد؟ ابو حنیفه یک مرتبه خطای سختی کرده توبه کرده بودن، سندش قبول است و ابو حنیفه رو علما رحمه الله میگفتند هر سخنی سختی که در حق ابو حنیفه میبینید شما نظر بکنید که در حقی باید دانید که این در باب بدعت است، نه در باب تکفیر. لعنی که میبینید نه در باب تکفیر است بلکه در باب بدعت است و غیره و غیره. و شما سخن هر دو جانب رو جمع بکنید، گذشته و حاضر و آخر رو، و بعد از این نتیجه چی میبرد؟ نتیجه همین است که ابو حنیفه رحمه الله یک عالم از امت اسلام بودند، یکی از امام های چهارگانه هستند. در باب ایمان خطا کردند وقتی که گفتند که عمل از ایمان است، ایمان زیاد کم نمی شود و این خطاگی ابو حنیفه را شاگرداشون نقل میکنند. ابن ابی العز حنفی نقل میکند در کتاب شرح عقیده طحاوی این خطاگی بدعت است. مرجعه ها در این باب بدعت هستند و سخنهای علما که ضرر آورد و این و آن در همین باب مرجعه است، زیرا که مرجعه هم در حقش علما سخت صحبت کردند. با همین اثبات می شود که کسانی که ابو حنیفه را تکفیر کردند در اساس گمان تکفیر کردند، ناانصافی کردند و این تکفیرشان در اساس جهل است و خطا کردند. و کسانی که ابو حنیفه را تکفیر کرده و هر کسی که ابو حنیفه را تکفیر کند رحمه الله گوید او را هم عذری گفته تکفیر میکنند، اینها غلات خوارج شدند. غلات خوارج. اگر در تکفیر ابو حنیفه بعضی صحبت های علما که جهل به واقع شده باشند و تکفیر ابو حنیفه که یک بار خوارج نگوییم خطا کرد گمراه شد اینو آن بگوییم، اما وقتی که ابو حنیفه رحمه الله گفته اینها تکفیر میکنند، اینها به یگان شک و شبهه غلات خوارج هستند. و با همین ما دفاع کردیم ابو حنیفه رحمه الله را و خاک چاشیدیم بر روی طعنه زنندگان ابو حنیفه که تکفیر به طعنه عمومی را در نظر نداریم. طعنه عمومی طرف ما همچون بدعت قبول داریم. طعنه تکفیر خاک پاشیدیم بر روی این تکفیری ها، یا بگویم تکفیری ها نمیگیم غلات خوارج ها، و این چنین ما در همین مجلس ثابت کردیم و خاک چاشیدیم به این پیروانی که خودشان را پیروان ابو حنیفه میگند و دروغین هستند و کذابین هستند و امامشون دفاع کرده نمیتوانند، جاهل هستند، از خری خانهشان جاهل هستند و خودشان بر دروغ ابو حنیفه میگویند و به ابو حنیفه اینقدر غلو کردند، لیکن ابو حنیفه را دفاع کرده نمیتوانند. شرم باد بر شما ببینید که کی ابو حنیفه را دفاع میکند رحمه الله و بارک فیکم. با همین صحبت من به پایان رسید. تعلیق را به برادرهایی که مشایخ و طالب علمان که اینجا از اهل سنت و جماعت هستند از تاجیکستان و افغانستان داده میشد. بفرمایید هر یک شما کم کمی فکری و اندیشه خود در این باب ببینید و در همین ملخصی بحث هم درباره ابو حنیفه بالاخره یک سخنی بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که مجموعه استفاده کنید. ما کمی یک دم بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری چند ماسی بزنیم یک دقیقه چطور ماسی الله استخنا شیخ حاضر شما صحبت داشته یک چند
بله خوش شد. بسم الله بفرمایید. مثلا شما صحبت کرده قطعی من نظر کردم مسئله صحت چه و حتی مسئله آیا همین قول ابو حنیفه است. همین خواستم بگویم یکی گفت که ابو حنیفه خمر رو اجازه داده است. به الله قسم دروغ است. ابو حنیفه در مسئله نبیذ گپ میزنه و در مذهب ابو حنیفه خود ابو یوسف هم صحبت که اگه میگه نبیذ در ابو حنیفه نبیذ چیزی رو میدونه که از اصل میشید و از ما میگیم انگور قاق میکنید، چی میگیم مویز میگیم، از اون میشید و بالاخره از چیزایی میشید که اونها رو یعنی همچون خمر همچون آب اونها رو بدون ترش کرده. در مذهب ابو حنیفه همین رو نبیذ میگفتن که در پیش ابو حنیفه که خودی ابو یوسف این رو شرح میداد و دروغ میگوید که ابو حنیفه خمر رو حلال گفته است. به نهایت دروغ میگه در این مسئله. این مسئله که شما رد زده که گویا که ابو حنیفه گفته باشد که ایمانی خودی که ایمان جبرائیل با ایمانی که شیطان با ابوبکر که بالاخره در دیگه جا میگه از جبرائیل گفته چند قول رو میاره با شیطان گفته همین رو میگه دروغ گفت که از ابو حنیفه گفته است. به الله قسم یگان تا ابو حنیفه نیست بلکه از دیگه جهمیه پیش از در بعد ابو حنیفه آمده است. از نام ابو حنیفه گفته آمده است که خیش مراد زده و در پیش ابو حنیفه میگه که خودی ابو یوسف میاره میگه ابو حنیفه میگه که کافر چخیل میتونه برابر شود با یک مسلمان. الله اکبر. چخیل میشد برابر شود در زمانی که میگه او کافر است و این مسلمان است میگه برابر شدن نمیتونه میگه. و خودی امام طحاوی رحمه الله خیلی میگه که ابو حنیفه در پیشش حتی فاسق و مؤمن برابر نبود. الله اکبر. اینقدر دروغ اینقدر کذب و سندا را در سند این کاف دید من دیدم موضوع از سایت این میگیره بعض قولای تاریخ بغداد در کتاب تاریخ بغداد و برای فایده شو شیعه جمع کرده هستند در گوگل انمی خیلی رد میزنه از گوگل میگیره همین چیز همین خونده سر شیخ من خونده چی گرفته رفتم شیخ اونجا خوارجا قطعی شیعه ها یک جو شیده و همونجا گفته قوداره و رد با کی زنگ هستن تکفیر سلف گفته گویا که تکفیر علمای خودتون اهل سنت با ابو حنیفه. ببین با سیم چیز در نمونده خلاصه که چند چیزی که من حاضر خودم همینجا یه پشتم دیدم لیکن وقتی صحبت اینقدر دروغ میگه سندی بافته که در گفته گفته که خیلی همین امام احمد پسرش هم همین قول رو در آخر میگه که اینش ضعیفه ایش سایه است ایش گشت است انمی قول نمیخونه جای در کارش میگیره. یک چیز یا شیخ که فراموش نکنم بعد برای صحبتم میگه که همه کل بدعت و ضلال میگه و میگه همه بدعت که ضلالت باشه از حدیث میگیره پس میگه این تکفیر است. خب همینجا خودش یک بدعت کرد گفت که میخواستم در همین نقطه صحبت بکنم فراموش کردم من اینو نوشته گرفتم یعنی کل بدعت ضلال و کل ضلالت فی النار که پیامبر گفتن پس میگه هر یک ضلالت نور باشد جهنم است. این تماما از منهج تمام اسلام بیرونی سخن است. الله المستعان. بله بدعت ضلالت آتش روات هم بیرون میشود آخر. شیخ خودش چون بدعت کردم و تعالی گفتن خودی بدعت کردم پس خودم کافری به همین دلیل شد. در کجا پیغمبر هم تعلیم داد که بگه که و تعالی السلام السلام علیکم و رحمت الله را گفت و علیکم السلام بالاخره دیگر را گفت اما در کجا و تعالی گفت انمی خود دادی کافر شدی به همین دلیل خودت. الله المستعان. برادر باقی صحبت کردن صحبت بیسا بوده لیکن وقتی برادران بارک الله فیکم. اهلا و سهلا عمران حفظك الله. یک لحظه به مهمان این شب به برادر عمران یک صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسای برادران که در لایف هستن امید که همگی خوب سربلند و سرحال باشین. الله متعال شما را حفظ بکنه استاد که جواب دندان شکن به خوارجا دادین استاد من ایران موندم یک نفری که ابو حنیفه را تکفیر میکنه و این قولا را استناد میکنه راجع به ابو حنیفه و تکفیر ابو حنیفه این تحقیق کرده سر از قولا. من منحیز استاد نه عالم هستم نه یک عامی هستم و اما قدر توانایی دارم که امو دین خودم میفهمم و عقیده خودم میفهمم. اما زمانی که یک چند سخن گفت استاد من رفتم تحقیق کردم در جریان زمین که لایف بود تحقیقم کردم. در اول استاد اگر شما متوجه فکر کنم نشدین ما برادران متوجه نشدن دی حرفش در اول لفظ خود که اومد اینجا با سخنرانی خود آغاز کرد استاد
ایشان هم اولین ریفرنس داد گفت در کتاب السنه از عبدالله بن احمد بن حنبل رحمه الله گفت از قول امام خطیب البغدادی گفت آورده. من این در کتابچه نشته کردم استاد کرده. حالا من امام موندم امام عبدالله بن احمد متوفی سال 290 هجری و امام خطیب البغدادی رحمه الله تعالی متوفی سال 479 هجری. این چطور نقل کرده؟ الله اکبر. الله، من متوجه نشدم. بله اینو ببینید. یک قولش الله، من اینجا تمام قولش گرفتم و دوم استدلال کرد از قول امام احمد بن حنبل رحمه الله و گفت که امام احمد بن حنبل رحمه الله که سوال کرد که دشمنی با ابو حنیفه چطور است؟ که ثواب میبره؟ گفت بله ثواب میبره. در حالی که در امو قول در کتاب السنه اساس آمده و اخبرت عن ایساق بن منصور. در اینجا عبدالله بن احمد ذکر نکرده از کی شنیده که ایشان از ایساق بن منصور شنیده. راوی خو مجهول شد. بله. ولی این قدر باز میگه عربی را شما نمیفهمید. ما عربی را نمیفهمیم قدر درک کردیم. از قول سیم آورد استاد که ابو حنیفه در مرگ جهمیه مرده و از قول ابو یوسف آورد و در سند از این استاد دکتر محمد سعید قحطان میگه که در سند از این میگه شخص به نام محمد بن سعید بن سالم است که ایشان مجهول است. ما سند پیدا نکردم برش. میگه سند نیست. بله سند نیست. میگه ایشان مجهول است و بعد استاد بازم ایشان آورد در قول صفوان بن عینه رحمه الله تعالی گفت هیچ کس مضرتر از فرزند از ابو حنیفه در اسلام متولد نشده. و وقتی کلم تحقیق کردیم استاد می‌بینیم که عیناً مسئله در اینجاست که در بین سند ازی محمد ابن ابی عمر است که ایشان مجهول حال است. خوی قولم ضعیف شد و بعدا میاره سر قول که گویا ابو حنیفه رحمه الله تعالی گفته که شراب حلال است، کفران است. و اینو من نقل کردم. ایشان گفت از طریق محمد بن سعید بن اسلم و ایشان از پدر خود نقل کرده که ابو حنیفه طور میگفت، در حالی که محمد بن سعید بن اسلم مجهول الحال است. محمد سعید قحطان در کتاب تحقیق خود میگه، در کتاب سنت محققش است. و بعد هم دو قول دیگه شما نقل کردیم که ایشان میگه که از قول حماد بن سلمه آورد که ایشان گفته که الله سوگند ابو حنیفه الله متعال قبر ابو حنیفه را به جهنم تبدیل بکنه، در حالی که ایشان در بین راوی از حسین بن خیاط ضعیف است و ابن معین میگه کذاب و سارق الحدیث. الله اکبر استاد. باور کو تمام قولا رو کی آورد تمام از ضعیف بود استاد. و این اینا ایران مونده مثلا باور کنید من این ایران مونده که چتیات میخوان های دی قولا خودش تحقیق کرده یا ما را اهل سنت و جماعت تا فکر کرده ما کدام مقلد هستیم یا ما کدام نفرای هستیم که اصلا تحقیق نمیکنیم و کورکورانه میریم مقلدت میشیم. نه والله هرگز کی کار ما نمیکنیم. در هر حرف تحقیق میکنیم. اگر حرفت صحیح بود قبول میکنیم، اگر باطل بودی میگیم کذاب هستی. در اول یک کذاب گفتی امام احمد بن حنبل رحمه الله قول خطیب البغدادی گفت آورده، در حالی که 200 سال در بین امام احمد بن حنبل و خطیب البغدادی تفاوت داره. از کجا دیر آورد که در صفحه 19 آمده؟ اینجا نشته کردیم مثلا در بدن. باور بی که یک روایتی صحیح وجود ندارد. ببینید همه روایت اکاذیب. انمین است خیلی که سلف صالح گفتن. ببینید معذرت خواهی میکنم برادر عزیز، سلف صالح گفتن که هر کسی که از منهج قرآن و سنت و فهم سلف دور شد حتما به یک وسوسه راه دیگری که از کذابین است دین میگیرد. اینا را ما همین خیلی دیدیم. سلف صالح ترک کردند و تکفیر کردند دینشونه از دروغگویی هایی که سلف صالح اونها را همیشه دروغگو متهم میگفتند. همه این سند ضعیف است. بارک الله فیکم. از یادم نبرد. بفرمایید. ببخشید استاد عزیز، وانا گفته نبونه ایشان اساس قول قاضی ابو یوسف آوردن که ابو حنیفه در مرگ جهمیه مرده است. من تعجب کردم. یک قول خودتان بیان کردین درشان از کتاب اسماء و صفات امام بیهقی رحمه الله تعالی که خودتان بیان کردین که ایشان میگه که ابو حنیفه چنین گپ نگفتم، امام نمیگم. و بعد امام ذهبی رحمه الله در کتاب العلو و آلبانی سند جید میدانه و بغیر آلبانی دیگر محدثین هم هستن که سند ازیده سند زی قول جید میدانن که از قول ابو یوسف آمده که من 6 ماه کده با ابو حنیفه نظر دیگه کردم، مناظره کردم و هر دوی ما اتفاق نظر داشتن که هرگز قرآن مخلوق بگه کافر است. حق است. با سند جید آمده. من ایرانی نمانیم چی تو سندان سید اعلام میتن و اینها را این تحقیقی که کردید شیخ عمران حفظک الله تحقیقی کردید حتما یک جا جمع کنید، یک در حالت پی دی اف داشته باشید که این یک رساله کنیم همه این گفته های این رو رد
به حجت‌های محمد کردی در طعنه‌اش به ابو حنیفه گفته این تحقیق را همیشه براره. اینا حتما یک جا جمع بکنید به این روایت‌هایی که من آوردم. اینا یک بار بعد از یک هفته یک روایت از نتیجه بحث تحقیق و غیره همیشه بیرون میکنیم، یک رساله به زبان فارسی و این چنین کریلی توجیهی. استاد ما چنین کار کردیم چون که در بین استاد جامعه افغانی ماست و خیلی مردم متاثر از ابو محمد الکردی شدن، از این خوارج و من ابو حنیفه را تکفیر میکنن و تمام شعباتشون استاد ما تمام شد دانه دانه تحقیق کردیم، تقریبا در حدود 60 قول یا 70 قول جمهوری کردیم و تمام پاسخاش دادیم و ان شاء الله تبدیل کرده روان براتون میکنم استاد. حتما با ما روان بکنید. یکی ببینید برادر عزیز شیخ عمران حفظک الله یک چیزی عجیب او گفت ابو حنیفه میگفتند که ایمان من به مانند ایمان جبرائیل و یا که ایمان ابوبکر به ایمان ابلیس برابر است و ایمان این و آن جبرائیل و غیره و غیره. ما گفتیم سندش باطل است. بعد از این سندی دیگر را خودش ساخت و گریخت و رفت. لیکن اکنون ما یک روایت دیگری را حالا میاریم که خوب دقت بدید. ابو حنیفه در مسئله ایمان من به مانند ایمان وی این و آن خوب دقت بدید که همین صحبت در حقیقت طعنه به ابو حنیفه است. ما روایت دیگر از دیگر جا میاریم. در اینجا روایت می آید ان ابن عدی روی ابن عدی فی الكامل روى ابن عدي في الكامل أن حماد بن زيد قال حماد بن زيد قال بكي بأبو حنيفة قلت لأبي حنيفة أن جابرا روى عنك وإنك تقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. این از جانب دیگرش. حماد میگه که حماد بن زید میگه که ابو حنیفه را گفتم که جابر از نام تو روایت میکند که تو گفته ای. جابر میگوید که ابو حنیفه میگوید که ایمان من به مانند ایمان جبرائیل است و میکائیل است. آیا همین سخن از نام تو ای ابو حنیفه درست است یا نیست؟ ابو حنیفه رحمه الله میگوید که ببینید قال ما قلت هذا، من این سخن نگفتم و من قال هذا فهو مبتدع، هر کسی که این سخن گفت مبتدع هست. انا سخن از خودی ابو حنیفه بسند قال انا كن حماد ابن زید میگه که قال فذكرت ذلك لمحمد ابن الحسن و من همین سخن باز رفتم به نزد شاگرد ابو حنیفه محمد ابن الحسن شیبانی بگفتم که صاحب الرعبه قول حماد گفتم ابن زید فقال صدق حماد ان ابا حنیفه كان يكره ان يقول ذلك. ولی حماد از ابو حنیفه درست گفت است که ابو حنیفه ایمانم مثل ایمان جبرائیل و میکائیل نمیگفت، بلکه ابو حنیفه این سخن گفتنش چی میکرد؟ بد میدید. برای همین ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوی مجله 13 صفحه 41 میگن که وقد ذكر بعض ما صنف في هذا الباب من اصحاب ابي حنيفه قال ابو حنيفه ويوسف ومحمد كره ان يقول الرجل ایمانی كايمان جبريل و میکائیل. ببینید ابن تیمیه رحمه الله گفتن که بعضی ها از نام ابو حنیفه گفتند لیکن این غلط است، بلکه ابو حنیفه، ابو یوسف، یعقوب ابن ابراهیم و محمد این سخن گفتنش بد میدیدند و بدعت میگفتن این سخن. الله اکبر. بله بفرمایید برادر. استاد باور کنید خیلی کذاب بودن استاد. خیلی ما یا البته این مرجئه ها کذابترین انسانای روی دنیا باشه، اما نه خوارج از بدتر بودن. والا 30 یا سگای جهنم بودن واقعا. باور بکن خیلی این خیلی کذاب است. در اساس همین گمان بیاید تمام امت اسلام در احادیث ضعیف در اساس احادیث دروغ تکفیر بکنه. چی است؟ خیر بالاخره بفرمایید برادر بفرمایید. یک خلاصه بکنید. جزاک الله خیرا استاد عزیز. صدای میاد. حیاک الله شیخ بارک الله فیک. بفرمایید برادر. در همینجا گفت که یک طعنه دیگه به ابو حنیفه رحمه الله اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده میشد یعنی از رای من میگرفت. حالا ابو حنیفه رحمه الله گفتن که اذا صح الحديث فهو مذهبي. الله هر زمان صحیح یعنی مذهبی من گفتن که گونه ای که این سخن را با ضد خودشان میبرند. اعوذ بالله من ذلك. الله هدایت کنه. تام میزنید. بارک الله. و یک السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. امنتای الله هفت است که آیا در بین صحبت آیا ابو حنیفه مبتدع است؟ یعنی میگه بعضی بدعت اگر که مبتدع باشد در حق مبتدع رحمه الله گفتن چه حکم دارد و سلف چی گفتند؟ این برادری که افغان است. مرحمت. ببینید
بله ابو حنیفه در باب ایمان خطا کردن و خطاشون بدعت بود که مبتدی گفتن علما، به مانند اینکه عمل رو از ایمان ندونستن و در باب اینکه استثناء رو انکار کردن. دو سوم زیاد و کم شوی ایمان رو انکار کردن، یعنی قبول نکردن. لیکن این بدعت های هست که این مکفر نیست، آدم کافر نمیکرد. برای اون ابو حنیفه رو رحمه الله گفتن که احمد ابن حنبل گفتن، داوود سجستانی گفتن، سنداش که نقل کردیم، شاگرداشون ابو یوسف میگفتن و این چنین از شعبه روایت کردیم، از حماد روایت کردیم و غیر سلف چقدر رحمه الله گفتن یا نگفتن؟ بس نشید گفتن. بارک الله فیک. شیخ یک سیگار در دومزد شیخ گفتم میگم خودش بر مسئله احکام، مسئله بعضی مسئله حرام حلال یا که بعضی مسئله را آورد، گفت که ابو حنیفه به نمی دلیل کافر شده است. در زمان پیشتر خودش بعضی از قولای مثال صحابه اشتباه کردن، پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد از اون قرائت اعلان کرد، خودش آورد. پس با همون سوال میشود که چرا در مسئله فقهی که جزئی که اومد در مسئله اصول دین نبود صحابه اشتباه کرد، پیغمبر تکفیرش نکرد، بله از عمل او بیزاری اعلان کرد، رد کرد، اما اونها را تکفیر نکرد. پس معلوم میشود که خودت نمیفهمی شریعت چی اصل دین است، چی فروع است، چی مسئله جزئیات است، نمیفهمی. چرا؟ خود دلیل واسه که فلان صحابه خطا کرد، در زمان ما میدونیم یورا اشتباه داشتن، بعضی مسئله که پیغمبر اصلاح شو کرد و دیگر صحابه دیگرش اصلاح کرد، در مسئله اجماع گپ زد، دلیلش که مثلا که دلیل چی نبود، اما گپ در سر ای است که همین بیچاره واسه است که صحابه اشتباه کرد، در وقت اشتباه خطا کرد، آیا پیغمبر تکفیر شو کرد؟ اعوذ بالله. با همین مسئله فروع هم گرفته ابو حنیفه را تکفیر کرد که برای هم گفتم. بارک الله فیکم. بله تکفیر فروعی است، تکفیر سندش باطل است و این تکفیر ببینید نقل کرد، یک خطاگی فقهی ابو حنیفه را ایجاد ابو حنیفه را نقل کرد و تکفیر خودش کرد. ما برای همین میگیم که ما فکری تو را نمیگیریم. این مذهب شما به مانند مذهب رافضه هست، گفتن تحقیر نیست. ما بار دیگر طلب کردیم که مرحمت خلق قرآن به تکفیر واضح آوردیم و جواب دادیم، قبول کردی؟ بله. انا کو دیگر مسئله بعضی رو که بیار دیگر مسئله رو چخیل آورد، مسئله شراب، مسئله این خنزیر اینا آورد و تکفیر خودیش کرد، نه علما، خودش تکفیر کرد، اجتهاد خودش کرد. ما هم قبول نداریم، اجتهادی من و اجتهادی تو اینجا کار نمیکرد. علما رو بیار. بفرمایید برادر ابو عبدالرحمن، برادر محمد، هر شما یک کلمه دیگه سوز گپ میزنم میرم پایان. بفرمایید. چون که دو تا قول دیگه شم نوت کردم استاد کتابچه استاد. حتما آمد گفت ابو جیفه، اگر متوجه شده باشید باز ابو جیفه رو تعریف کرد که بسیار یک چیز گنده را میگه و فلان میگه، جسد میگه، فلان میگه، و ایشان از طریق هارون بن صفوان و ایشان از طریق ولید بن صالح و ایشان از حماد بن سلمه قول آوردن، ذکر کردن که ایشان یعنی ابو حنیفه را گفته ابو جیفه، در حالی که استاد سند از این قول ضعیف است. هارون بن صفوان استاد ایشان مجهول الحال است و این کی میگه؟ محمد سید قحطان میگه در کتاب السنه صفحه 2311 و همچنان قول دیگه شکل ساده آورده بود که ابو حنیفه بسیار از احادیث رسول الله به او میرسید و قبول نمیکرد. استاد این پیشتر مقدار می قول یاد کرد که از طریق البته یوسف در بین راویش استاد یک نفر است به نام یوسف بن ثابت، ایشان تنها یحیی بن معین رحمه الله ایشان ثقه میگن، امام بخاری رحمه الله و ابو حاتم الرازی رحمه الله بر وی ایراد گرفته است. بارک الله فیک. اینا جمهور میدن ضعیف میدن، هم یک نفر قول شده که میگیره. استاد جزاک الله خیر که وقت دادین. جزاک الله خیر. شیخ ایورم حفظک الله اهلا و سهلا، خیلی خوشحال کردید. تعلیق شما تعلیق ضروری بود. ببینید تعلیقی که برادر عزیز ما عمران به شما ذکر کردن، همه سندهای صحبتی ابو محمد کردی ضعیف است. من گفتم یک به درجه عمومی، لیکن حالا میخواستم بروم، لیکن برادر مختصر همه سند ضعیف است. ببینید ای کسایی که ابو حنیفه را تکفیر میکنید حجت ندارید. ای کسایی که امت اسلام به خاطر ابو حنیفه را رحمه الله گفتن تکفیر میکنید، اکنون فهمیدید که شما تکفیرتون در اساس جهل خودتون، ساخته خودتون، خصوصا تکفیر عذری، شما در دین الله قاعده نو ساختین. شما از نظر قاعده خودتون مشرع شده کافر شدین، از قاعده خود شما. به قاعده خود شما اگر نظر بکنیم
چخیلی که محمد کردی گفت به سخن خود شما رو ملزم میکنیم. ما هم به قاعده و به اصول خوارجی خودتون اگر شما رو ملزم بکنیم، وقتی که شما ابو حنیفه رو کسی رحمه الله رو تکفیر کردید، شما یک چیزی نوی رو به دین پیدا کردید که شما چی خودتون ساختید و در اساس همین باز کافر شدید. توبه کنید ای جوان ها، از عقب این چنین انسان ها نروید، از عقب این غلو کرده ها نروید. 4-5 یا 1-2 افغانی که چوجه ها هست به واسطه ابو محمد کردی گمراه شده است. مرا ابو محمد کردی را دیدید، سندش دیدید، خودش دیدید. اگر 1 ساعت 2 ساعت دیگر میستاد حتما ما این با توخر میرفتیم و ما توخر رفتن به همه شما دستیم. الحمدلله برادر شیخ محمد و ابو عبدالرحمن سخن بکنید. هر دو شما یک فکر اندیشه خود بگید. برادر شیخ محمد بدورین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبر بله کنید. بله شیخ گوش کردم. بفرمایید. بارک الله فیک شیخ. الله یفسون. بله همجا منم یک درباره سخن یک نفر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز این هم خپای ما خپایو کی هستی؟ نه برادر گاوزی هستند. شیخ محمد گاوزی است. شیخ عبدالرحمن نه برادر صحبت بکنید. شیخ محمد صحبت بکنید، برادر بعد از شما صحبت. بسم الله. بله خب بله بعضی چیزهایی که مثلا شما نگفتید، لیکن از یک قول یکی را ذکر کردنی هستم که شریک از شریک گفت انا میشناسی این شریک کی از چی از گفته دو کرد، لیکن میگوید که کان ابو حنیفه طویل الصمت کثیر العقل، یعنی که مدح کرده است ابو حنیفه رو. قولی که ابو حنیفه را یعنی که بعد کردگیش ذکر کرده است و این خاطر اینها واقعا یک جانب میگیرند و دیگر جانب نظر نمیکنند، جانب هایی که با منفعت خود هست یا که برای که به مذهبی همون بافته و ساخته خود اونها هست، اما جانب ها را یعنی که ذکر میکنند. و دیگر قولایی که مثلا سفیان ثوری که میگون مثلا که کان ابو حنیفه افقه اهل الارض فی زمانه. سبحان الله. سفیان ثوری، این سفیان ثوری تکفیر میکند، سفیان ثوری خیل میکند، سفیان ثوری او خیل میکند، میگو همون چی به تاریخ البغداد به بغوار دیگه سمینم. سبحان الله. همین خاطر واقعا اینو سخنهایی که به همون مذهبی بافته خود موافقت میکنن اونها رو فقط میگیرن، قولای علما رو یعنی که همش نظر نمیکنن در بابی مقصد علما در باب یک عالم چی صحبت کرده هستن. بارک الله فیک شیخ، جزاک الله خیرا ان شاء الله. و من با یک چیز دیگر همجا اضافتا گفتنی هستم که والله اعلم اگر از همین روز بعد این یگون فخر یگون تعریفی نیست، من با جای عوزیری ها با جای که کسانی که دعوای حنفی میکنن دیگر به همین یعنی که رسانه ها بر اومده دعوت نمیکردم، بهترش در اومده اهل توحید گوش میکردم با جای اونها میبودم. بارک الله فیک. بله ابو عبدالرحمن بفرمایید. صدا هست ابو عبدالرحمن؟ مسکی جراح یک کمی صداتون بزنین یک لحظه. شیخ الله یسترک. ابو عبدالرحمن اولا این که به شما جزاک الله خیر و حفظک الله و رعاک که خیلی به ترتیب وقتی دوره کردید، اولی جناب بود. این اهل ولات و خوارجی خودشون قائل شدن دعوت کردن که دیگر بحث با ان شاء الله خیلی و میشد. این بهترین است. ما عدل نشان دادگی است، صوفیش با عذریش با مدخلیش با و خوارجیش با بوک ندارد. اگر از موضوع نبره تو گاوزدان گرد دقیقتی برفتم میگیریم. بسم الله بفرمایید. الله استکان من نمون وای یافتی اومدید مایرونه نگون چی بود راستو کی بود؟ نه وای کی اومدید من قانون محمد امین بود است توجیک اومد نفسش گشت رفت استادش اومد ما دیدید نتیجه شد. او بچه را ما چرا گفتیم که به موضوع داخل شو آخر این طرف اون طرف به موضوع داخل شد عاقبت نمی میشد. قسم به الله خواه عذری خواه صوفی خواه اشعری خواه حزبی خواه انمین خوارج همین یا ملحد یا یهود نصارا بیارید از موضوع نگریزد.
همین در موضوع ایستاد 5 دقیقه 5 دقیقه رویم کنی ببینیم که تو کجا میرد و چی دروغ میگه. همیش معلوم است. اینها همین بر روزی نیستن، میخوان که گریزن این طرف اون طرف این طرف اون طرف. ای بچه جوان تاجیکی که در دست این غلات گمراه شدگی بود توبه کنه که دید که همین روایت ضعیف است. در روایت ضعیف امت تکفیر کرده گشته است. الله المستعان. بفرمایید برادر. الله استون کنه. آخر دودار به فکر ما یک چند سال خوردی. اگر جوتون نمیبودم یا کتابا میکردم قورا کانده اونجا میدرمدم خودم که من دیگه کس نمی به این بیعقل و یک آداب تعلیم هم بده گسته آخر می اومده دارچی بوره تعیین سراز و تا خون من حیروش نمی چی گفته است شیخ الحمدلله درستش کردم دی. بعد من از شیخ شما می که الله حفظتون بکنه شیخ من نیر و موز زدگی به خاطر اینکه من از شما چند کیلومتر راه رفتی هم میمجیم همون دروغش توبهش نمیخواد نمیدونه یک بار میگه که امام محمد توبه گو بخیر و دروغ ذکر شما دلیل آوردید بعدش یک بار دیگه همین مثلی قرآن مخلوق گفتن مقصد توبه اقرار میکرد خوب نیست الله سبحانه اقرار کرد الحمدلله اقرار کرد از این روزی بورد دیگر او چوجه ها ما در نزد شما این انسانی که اومد خروس بود ما البته او را چوجه میگفتیم لیکن خروس شما همین بود شما دیگر رو چوجه بودین خروستون دیدین که چیکار کردین اکی چوجه ها یک روایت صحیح نداریم خودی خروس شما امام تو قبول کرد یا نه که بله قبول کردیم مسئله توبه ابو حنیفه را قبول کردیم این پرابلم نیست مسئله خلق قرآن اکنون دیگر دین شما به هوا رفت توبه کنین برادرو توبه کنین قولی هم وقت است توبه کنین بفرمایید برادر ابو با فکرم شیخ عزیز الله استکرد نه همون طرحی ادنونیمی همون مقصد افغانی همین پیچوز همین بود اتحام فقط همین بمیکرد بعد شیخ عزیز خود ذکر کرد که اگر هر یک بیزوری جستان و کیف باشد از ملت اسلام خارج کند این به فایده خود دوستانی محکم کنیم میکروفون میسکت اما خیلی صدای جراسی بد میبره گناه شیخ گناه که کافر شوید خالد ابن ولید خودش دیگه کرد که من از این عملش بیزارم گفتم البته این عمل گناه بود که بیزار گفتم بله سخن حجت خیلی قوی آورد اگر این خیلی به بیزارم گفتن و به این گفتن تکفیر باشد از این که چند صحابه را اینا تکفیر میکند از این که باید تکفیر کنند پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون چی همچه عذری الله المستعان عاقبت اینا امین است عاقبت امین است الله المستعان لیکن خیر از حق ظاهر شد من فکر میکنم که حق ظاهر شد کسایی که در پایان بودند برادرها خودشون یک چیز دیگه دلمند بود باید برآمده خیلی متکبر کات خلقم میدونه یک بار این مسئله به تراشته نگرمش خوبم نمیبره حبیسه یکی 2004 میبید گفت خور 3 سال گفت که 2016 می عبد باز 3 سال گفت که 2003 می چند سال شد نه اکنون به فکرم یک بعد 15 سال میبیده 2038 40 هم تقریبا هم به پیدا میکنه الحمدلله ابو سوما ایرو میگفت میگشت ابو سوما رحمه الله چخیل کنم میگفت اخی با هم با صحبت برام برآمد گریخ و محکمش کرد من چند بار چیکار گفت که بین محکم کرد دیگه از ابو سوما ابو سوما رحمه الله زنده می بود یک قوت دل اهل سنت و الجماعت یک شمشیر تیزی دیگر در برای اینها بود لیکن قدر الله ما شاء فعل ان لله و انا الیه راجعون رحمه الله رحمتا واسعه الله سبحانه و تعالی حفظ در جنتش ان شاء الله مکان بهترین رو نصیب بکند جوانی که علم و با حجت و با دلایل الحمدلله در دینش قائم بود و یکی از طالب علمای اهل سنت و الجماعت بود رحمه الله رحمتا واسعه هر باره به یادم میاد باور بکنید چخیلی که سلف گفتند در زمان خودشون وقتی که ابو حنیفه علم با همراه او رفت قسم به الله با ابو سوما رحمه الله خیلی علم زیاد رفت خیلی علم زیاده از بین ما رفت لیکن این البته تقدیر الله است ما روزی است
بفرمایید برادر شیخ یک حدیث در مسائلی که ای گفت که لعنت کفر است همه کردی و حدیث صحیح است که وقتی که صحابه سرش سنگ میزند سرش میدره جنوب میشود خلاصه گپ فتواش میتن صحابه هلاک میشود پیامبر میگه الله شما را هلاک کنه میگه پیامبر یارو تکفیر نگفت هلاکتون کند این لعنت نیست شیخ در مسئله الله بله در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم عرق خور رو در صحیح بخاری اومده است لعنه الله گفت پیامبر گفتن که لا تلعنه لعنت نکنین الله و رسول دوست می‌داره گفتن از مراد که لعنت تکفیر نه برادریز لعنت تکفیر نه این خطا است که لعنت تکفیر بگیری جهالت است اهل سلف صالح اهل بدعت لعنت میکرد لعنت معروف است که یک کسی که بدعت منتشر کرده امت به ضرر میبرد منصرف میکرد حالا که شرک کفر نکرد لیکن عاقبت مذهبش بد است لعنت شدگی است شیخ والله اعلم اینو بر اساس همون شخصی این نکته رو محکم بکنید برادر زم گپ زدگیش محکم بکنید برادر که ابو یوسف خوب پوینت کنید بفرمایید شخصی عرقخور اینو تکفیر میکنن که گناه کبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 نفر لعنت کردگی هستن البته این باب وعید است اما اینها با همین والله هم با همین اساس تکفیر میکنن که یعنی عرقخور در نزد اینا کافر است آخر مشکل این است که اینا به گناه کبیره تکفیر میکنند حجتشون تمام لعنت و غیر است عرق ریز هم او کافر شد کسی که عرق آورد او کافر شد پیامبر لعنت کرد قاشین پیامبر لعنت ثابت شده است در بعضی حالت ها تشبیه به لعنت کردن 26 کس لعنت کردن پیامبر صلی الله علیه و اگر به لعنت نظر بکنید باب لعنت علما نظر کنیم 26 طایفه را پیامبر لعنت کردن و لعنت به گناه کبیره بود نه به تکفیر بود بله در بعضی حالت مشرکین و اینا را لعنت میکردن که الله غضبش بگیرد لیکن غیر از این دیگر چیز هم است که گناه کبیره با لعنت اومده است لیکن افسوس به منهجی به سلفی به یک در نزد علمای اهل سنت ننیستودن و نخوندن ببینید من از اول یک چند مرتبه تکرار کردم برادر عزیزم که اینها فقط به فکر خودشون گپ میزنن میگن که همین آیت قرآن من بر این فهم میگم من دعوت میکند که آیتی که او میفهمد همین آیتی سوره نساء 151 بود خطا نکنم و من شق رسول من بعد ما تبدل فکر خودش میگه که تو همین خیل فهم برای همین من ابن جریر طبری و ابن کثیر خوندم که علمای ما دیگر میفهمند تو فکرت دیگر است حجت میگن مؤمنین انامین و یتبع غیر سبیل المؤمنین انامین جا میگن که هر کسی که غیر اجماع یعنی صحابه ها یک تا چیز به همه دست جمع شده برآورد این خطا این حرام میگن و این گناه میگن الحمدلله برادران بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم من فکر میکنم از این زیاد صحبت کردن نمیتونم لیکن همین کلمه میسکول جراح هست که خیلی پیش از بس بعد از بس هستن همین اجازه بدید که مقصدشون رو بگن که چی میخوان بسم الله حفظك الله بفرمایید میسکول جراح بفرمایید الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خب باشه ان شاء الله شیخ الحمدلله بارك الله فيكم خير شيخ هذه كلام مقصد خاص نداشتم دیگه متشکرم از ما واقعا عالمانه مبارزه کردین الله متعال شما را نگه داشته باشه به ثابت نگه داشتن اهل سنت بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا واقعا مبارزتان خیلی عالی بود الحمدلله ان شاء الله که کسی که به طلب حق بود حق باطل معلوم شد دیگه از این بیشتر حفظك الله حفظك الله اهلا وسهلا وبارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابو عمر حفظك الله چخیلین برادر عزیزم خوبه بارك الله فيك الله حفظ کنه شما را به نهایت بحث خوب الله سبحانه تعالی را دعا می‌کنیم که تمام موحدین از زیادتر کنه و دیدیم که الحمدلله با فضل الله که طالب علمان اهل سنت و الجماعت انشالله که خوب نکردن بعضی تحقیقات کردن از افغانستان از تاجیکستان از دیگر جا انشالله
انشالله خوب کردن. ما از باره آداب و اخلاق گفتن، انشالله که دیدن که آداب و اخلاق در بین اهل سنت و الجماعت خیلی خوب است. و از این هم می شود که آداب گفتن یعنی که وقتی نماز شد رفتن، انشالله خیر است. است 500-600 آدم در اینجا منتظر ای یعنی که بحث در مابین یعنی که در بین و تمام نرسیده، باید که از آداب این میشید که میگفت نمازم میخونم با بر میگردم. انشالله که خیر است که تمام ما انشالله همه برادران فهمیدیم که چه قدر علمی ها در این باره چی است لازم است. الله جزای خیر. الله جزای خیر. جزاك الله خير أخي، جزاك الله خير. أهلا وسهلا وبارك الله فيك. ورحمة الله وبركاته. شيخو جاء الحق أبو وزهق عمر الباطل بجواسنا خير. إن الباطل كان حياك زهوقا. الله. ما شاء الله شيخ. حفظك الله. ما شاء الله. بخشش که از سبحان الله خیر نشد آمده. الحمدلله که گوش کردیم. الحمدلله. باید این سوارجو باید شرمنده شوند. دین روز ابو حنیفه قرآن مخلوق میگفت. الحمدلله که یکی از همون کلامشون تصدیق شد که ما در این قبول میکنیم این حقا. جزاکم الله خیرا شیخ و بارک الله فیکم. بخشید در رو. الله یستون که برادر. الله یستون. بهترین استاد یک استاد همین اول موضوع همین آیات ها حدیث هایی که به فهم خودش آورده است بود از این آیات ها چی میخواست اثبات بکنه که ما فهم صحابه برای ما در کار نیست، فقط از پیامبر صلی الله علیه و آله استاد یک کم احسن. بله این آیت سوره نساء آیت 151 بود خطا نکنم، آیتی که و ما یشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى من آوردم به خاطر اینکه اوها گفتن که دلیل بیار که او چوجهش گفته بود که دلیل بیار که فهم سلف حجت است. من این آیت آوردم که مخالفت کردن به مؤمنین یعنی صحابگان رو در این آیت نظر دارد. این اگر همه صحابه یک جا یک مسئله را یک سخن کرده باشند این یک گناه است و حرام است، قول حرام است. پس این دلالت میکرد که ما باید همون چیزی که صحابهان اجماع کرده هستند، همه یک فکر هستند و یک فهم دارند، به همون پیروی کنیم. این میاد میگه که نه ما باید اینا انکار کنیم، یعنی اجماع در دین نیست. میگه صحابه پیروی کردن از صحابه و سخن صحابه را گرفتن و این چیزا مگر در دین ما وجود ندارد، قرآن و سنت است. میگه لیکن سوال کردم که من قرآن و سنت تو از کی میگیری؟ این به من گشته و برگشته قرآن خونده ایستاده است که گیجای نامعلوم است، انا همه جوش معلوم است، این سخن من نیست، سخن الله است گفته، لیکن در بالای قرآن فهمی خودش رو گفته است. مشکلی همه اهل بدعت انا همین است، این کلامی. ببینید جهمی ها هم در همین اساسی کلامی گمراه شدن، سلف ترک کردن، فهم خود بالاتر کردن. رافضه را من چرا مثال آوردم؟ رافضه عیناً همین مشکلی دارد و خوارج از اونها دیده بدترتر و کلامی تر است. چخل کلامی؟ سلف صالح میگه در دین ما دلیل نیست که ما پیرو از سلف کنیم، فهم ابوبکر و عمر و اجماع صحابه این خیلی چیزا نیست. میگه ما خودم میفهمم. میگه برای همین من رد زدم و گفتم که نه، اینجا حتما باید به فهم سلف باشد. قرآن بعد از این ابن جریر طبری و ابن کثیر روایت کردم، خوندم. در ابن کثیر گفتن که حرام میشمارند، یعنی اینجا مخالفت ابن کثیر دو قسم کردن. مسئله که صحابه ها دو فرقه هستند، در این مسئله همون فرقه که حق هستند همون میگیرید. اما یک مسئله که همه صحابه اجماع کردن، خودش باید بدونید برادرای عزیزم که اجماع در اساس قرآن و سنت به وجود میاد. در علم اصول فقه نظر بکنید باب اجماع رو. هر کسی بگوید که اجماع بدون اساس قرآن و سنت از اساس یک فکر به وجود میاد، نامعقول کرده است، جاهل است. اجماع چی است؟ اجماع صحابگان یک آیت تلاوت کردن، یک حدیث نظر کردند و خواندند و در بالای معنای همین آیت همه اجماع کردند. مثلا وجوه یومئذ ناظره، رافضه میگه که معنای این آیت همین است که ناظره ای منتظره، روز قیامت انسان ها الله انتظار میشن. میگه اهل سنت میگن که معنای این آیت همین است که الله نظر میکنند. بعد از این میگن که انا همین معنایی که ما گفتیم صحابه اجماع کردند، یعنی همه صحابه این آیت رو همین چنین فهمیدند که معنای آیت انتظار شدن نیست بلکه نظر کردن است. الله از فهم اونها، از عقیده اونها راضی شد، پس همین عقیده درست و صحیح است که ما باید پیرو شویم. هر کسی که مخالفت به فهم صحابه در اینجا اجماع کند این گمراه است. اینها میگن که هر کسی که اجماع را قبول کند کافر است.
مثلا همین ابو محمد کردی میگه که امام شافعی اعوذ بالله کافر میگه رحمه الله امام شافعی رحمه الله، لیکن میگه که امام شافعی کافر است. چرا؟ برای که امام شافعی قانون نو برآورد، اجماع را ساخت میکرد. برای من گفت که کنی غیر از امام شافعی دیگر کسی بیار؟ علم نحو به وجود آمد، صرف به وجود آمد، تجوید به وجود آمد، اینا همه این خیلی علم را انکار کرده، فقط میگه قرآن سنت بفهمی که فهمی، بفهمی کردی. اعوذ بالله، انا مين از جهالت فهمو شد برادر عزیزم. بله اخی چرا گونده مثلا امی اجماع میگه که در زمان ابوبکر نبود، پس کتاب رو اجماعی که قرآن رو که جمع کردن کتاب کردن تمام صحابه اجماع کرد، این رو نمیخوند مگر یا نخوند است خبیث؟ نه اگر جهالت شمی جهده بله نمیخوند اجماع صحابه خیلی که بله ابن منذر کردن. بله مثلا چی رو این زمان مرتدین هم که اجماع کردن که قول ابوبکر همه راضی شدن، بله آیات قرآن ده، لیکن اونا اجماع را نمیفهمن. اول مسئله بالاخره چند مسئله است. مثلا خودی همین خلافت خلیفه کی حضرت ابوبکر چیکار کردن صحابه؟ همین را نمیخوانن یا جاهل هستن که یا میفرشو که در قرآن الله گفته باشه که انا به شما اجماع همه تو اجماع کنه که ابوبکر باید خلیفه شوه. انا اجماع همه نمیفهمن، توضیح نفهمیدن. ما یکی در تاریخ کردن صحابه. بله واقعا جاهل هستند، واقعا الله استکنه. یک سه گفتنی هستم شیخ میگم همین ابو عبدالرحمن در آخر دعوتش میکرد ممکن قبول میکرد، نقض دید که ابو عبدالرحمن ابو عبدالرحمن خیلی برادرهای خودمو اولی اهل بیدت کجا رسد در بحث همراه نشوند و اینو میگن. لیکن ببینید ابو عبدالرحمن چه خیلی به انصاف کار کردن. این دلالت به انصاف اهل سنت و به عدل اهل سنت میکرد حفظکم الله. یک نفر گشته و برگشته گفته شده است ازهر به زفر بحث کنید. ببینید ما هیچ کس که دعوای بحث کردن و کدام کتی رفته زد و خورد کردن نکردیم. یگان مراتبه اگرچه نامی ما را اینا بحث کننده و همه کتی رازمور کننده میبرن، نه ما نکردیم. ما عقیده اهل سنت وقتی که بیان کردیم دیگرها اومده گفتن که ما به تو بحث میکنیم، ما نه نگفتیم، منش بیو بحث گفتیم. همین گپ است. انامین خوارج ها کتی ما بحث میکنیم راو نگفتیم. اینها ما را کوفته گشت از خودش گفت 3 سال کوفته است گفت. انا شاگردش برمد گریخت رفت، خودش غیرت جوش داد برمد شکست خورد رفت. هر کسی میخواهد که بحث کند. فرقه های باطل معروف است، حزبی است، صوفی است، عذری است، مدخلی است، ماتریدی است، اشعری است و خوارج است و غیره، قدری است، جبری است. بیاید اگر بحث کردنی باشد اینجا تنها من نیستم، اینجا طالب علم اهل سنت و الجماعت خیلی زیاد است. شیخ حنیف، برادر ابو مریم، برادر محمد، ابو یوسف، ابو عبدالرحمن حفظهم الله، ابو عمر و یک چند طالب علم دیگری هستند که در کار و یا میبینید اینجا 10 طالب علم اهل سنت و الجماعت هستند. اینها مشایخ ما هستند حفظهم الله و بارک فی علمهم و جهدهم. اینجا فقط من نیستم، کسی خواهد بیاد بحث شدن میگرد اینجا. الله همه شما را حفظ کند. برادرای عزیزم من فکر میکنم کمی یعنی خسته شدم و نشدم. خسته نشدیم ما از گپ زدن، الحمدلله خسته نشدیم، تخصص ما گپ زدن است. لیکن یک مرتبه باید من بیرون برایم یک وضو گیرم، بالاخره یک چای و شما اگر مردم باشم میدارم، نباشم برادر عزیزم خواهش میکنم این 245 نفری که هست یک منهج بالعموم یا که خوارج ها را حقیقتش و عذری ها را تشبیه بین اینها گمراهی هر این طایفه را یک بار فهمونین و وای بر حال همون کسایی که پیروی ابو حنیفه هستند و ابو حنیفه را دفاع کردن نمیتوانند و باز ما طعنه میزنند و ما با شب روز طعنه میدن که شما ابو حنیفه را دفاع نمیکنید، ابو حنیفه را طعنه زدید، ما دفاع کننده ابو حنیفه هستیم. گفتم ما را طعنه میزنند. ما ابو حنیفه را دفاع کردن دیدید چه خیلی دفاع میکنید. انا خیلی میشه دفاع علمی رحمه الله. اگر همین خوارج به نزد شما دعوا کننده های ابو حنیفه رود باور کنید همین خیلی میگریزین که این گپ چی کورچی گفت. شما این گپا رو شنیدگی نیست، پرستمول میخرین گپا رو شنوین برای که علم ندارین. آخر بعد میگن ما ابو حنیفه را دفاع کرده ایستاده به شما گفته بعد خیلی هم خیلی وای ما کرده گپ میزنه. آخر ای وای بر حال شما دیگه. من دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. الله حفظتون کنه.
الله تون از جاده بگردونم. ما را به سبب شما رای حق باطل الحمدلله آموختیم. حضرت جان میخواستم که با شما تنهایی هم صحبت کردم. میخواستم از سه سوال داشتم. میتوانم یکم برادر زمان من نمیتونم خصوصی صحبت کردن نمیتونم. من ببینید همین گروه ها بعضی همین خیلی مورد تهمت کنند، مورد مذهب، مورد دین و مورد طعنه زنم بعد میویم. من خودم به اون کمی سلامتی هم خوب نیست. در حق من دعا بکنید. کمی سلامتی خوب نیست برادرهای اهل سنت و جماعت. ان شاء الله از این جهت کمی سلامتی به مشغول هستیم. لیکن وقتی که مورد تهمت میکنند در حق مذهبی ما طعنه میزنند، تهمت میکنند، خود خوارج خود دیگرش، ما میبریم دفاع میکنیم. دفاع کردن ما این حق ما هست. پیش این دفاع ما هیچ کس نمیگیرد. ما باید دفاع از دینمون و از یقینمون بکنیم. لیکن اینجا غیر از من ابو کیاسد برادر اینجا دیگه مشایخ اینجا هستن. برادرها هستن. به این برادرها سوالتون خصوصی تیت هم میشد، در اینجا تیت هم میشد. همین برادرها علم دارند و همین برادرها همین سوالهای شما به ان شاء الله در خصوصی هم جواب میدن. بارک الله فیکم. الله همین شما رزق کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ محمد، ابو یوسف، ابو مریم حنیف، ابو عبدالرحمن، دیگه برادرها، ابو عمر، خوش میکنم از فرصت استفاده برین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انا اهل بدعت، مردمی این اهل بدعت که هنگه زده میگشتن که شما ابو حنیفه را مرجعیت الفقها گفته، طعنه زدید. این است دفاع. از ساعت 11 تا ساعت تو را اینجا دفاع دارن مردم موحد که تا که بدون غلو بدون تعصب از ابو حنیفه رحمه الله دفاع کنن. که شما میرید میگریزید این مسئله میگریزید، میرید خواب میکنید، چون که شما درباری هستید، شما علمی ندارید که از همون پیشواتون دفاع کنید. ما به خاطر الله از بدون غلو بدون تعصب با چنین مقدار الحمدلله خدمت کردید. شیخ مزاش نیست خیلی در دفاع کردید. الله شفا شده شیخ. بدون غلو که شما که درباری هستید دفاع نمیکنید. ابو حنیفه هنگس میزنین، میگید ما در فقه حنفی هستیم، در عقیده چرا نمیخواید دفاع کنید؟ سبحان الله، کجا هستی؟ میخواید ما را طعنه میزنید، ویدیو میکنید که اینا ابو حنیفه را مرجعیت الفقها گفتن. آن چیزی که هست بیان کرد، آن چیزی که در حق ابو حنیفه تهمت بود بیان شد. ولکن قبحکم الله، الله شما را حلال کند. تیک شما فقط با اهل سنت و جماعت یعنی تهمت میکنید. قبحکم الله. بارك فيك. صداد پخش کرد که مریم صداد نیست. الحمدلله صحبت که مرده. شیخ محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. شیخ محمد خوب کس چی شیخ محمد؟ نه برادر عزیز گوش کردستم. الله من چویا کدته شتم یک مشین. بله بارک الله فیک. نگاه کنید که واقعا همین سبحان الله سنتی که الله سبحانه و تعالی در بالای بنده هاش گذاشته است همیشه تکرار می شود. این یگان چیزی نو نیست، یگان چیزی که در عصر 21 این بحث و مناظره که عصر 21 نیست و این عینی بحث هایی که بین عبدالله ابن عباس با همراهی خوارجای زمان علی رضی الله عنه بود. عینی همین گونه بحث ها است. از این بحث ها کسی حق را میفهمد توبه میکند و کسی دیگر بغض و کینه و جهل و نفرت و کفر و شرک و جهالتش بازم زیاد می شود. و خوش به حال کسانی که حق را فهمیدن توبه کردن و وای بر حال کسانی که باز هم از حق روگردان هستند.
برای که وقتی که حق اومد به جز قبول و انکار دیگر راه نمیماند. برای که یا انسان قبول میکند یا انکار، دو راه است. مثال الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ لا اکراه فی الدین، در دین یعنی در عقیده مجبوریت نیست. یک کس مثلا در عقیده مجبور کرده نمی شود، اما بعد اونه که قد تبین الرشد من الغی، بعد اونه که الرشد الدین رشد دین محمد صلی الله علیه وسلم، دین محمد است. الغی دین ابی جهل، غی این دین ابی جهل است. و در دوام الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ بعد که حق و باطل آشکار شد، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. بعد اون انسان باید به طاغوتی که انسان‌هایی که امروز واقعیت همین خوارج های زمان امروزی را اگر بیاموزید، طاغوت اونها کی است میدونید؟ نفس اونها است، هوا و هوس اونها است. ای محمد صلی الله علیه و سلم، افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا تو ندیدی که اونها هوا و هوس خدا به خود اله کردن؟ به همین خاطر وقتی که قرآن و سنت با فهم سلف امت میگن اگر انسان با فهم سلف قرآن رو نفهمید، عاقبت نفس خود اله میکند یا یک نفر اله میکند به خودش. یعنی مثلا امروز خوارجی ها نه فهم سلف میگیرند، یک نفر همین ابو محمد کردی را گوش میکنند، یا اینکه دیگر اون یک ابو طلحه است کی است او را گوش میکنند. کی است دیگر اینها همه را تکفیر کنن؟ از کجا دین میگیرن اینا باید قرآن هم انکار کنن، برای که سند این دین است. کسی سند ندارد، کسی اون حلقه که سنده که تا امروز آمده ایستاده است اونها رو تکفیر کند، اگر او دین ندارد انسان. از سند و دینو، سند دین است. یعنی به همین خاطر الحمدلله و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وقتی که حق آمد البته که خیلی باطل پرچه پرچه می شود، باطل پرچه شود. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ ابو عبدالرحمن صحبت کنید. شیخ ابو یک سوال داشتیم برادرها، ای موضوع تو بیرونتر آیا امکانیت باشه؟ بله بله السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیرا. بفرمایید برادر. الله بارک شد. همین سوال به میان میآید که نصرانی آیا داخل جنت میشه و نصرانی؟ بله، همون نصرانی هایش که مسلمان بودن، اعتقاد دارن به الله و حضرت عیسی را پیامبر اعلام میشمارن. دقیقا جواب دادید استاد. همون نصرانی هایی که پیش از پیامبر صلی الله علیه و بودن و شرک و کفر نکردن، همون ها داخل جنت میشد. و امروز تمام نصرانی هایی که همین نام پیامبرش همش مشرک جهنمی و پیامبر ایمان آورد، یا که مثلا یک واسطه بود که دین رو بشناسد و اسلام رو بشناسد، نمی کار رو نکرد، جهنمی است. لیکن اگر یگان جلد موندن، یگان جای چینده، بارک الله فیکم، اینها اهل فتره است. والله اعلم اینها انکار میشه. بارک الله فیکم. نکاح اینا با مقصد مردای مومن روا یا چی باشد؟ با اهل کتاب می؟ با اهل کتاب. بله بله. الله سبحانه و تعالی دو چیز از اهل کتاب اجازه داده است. یکی خوردن ذبح اونها که ذبح میکنن، و دومیش اینکه بارک الله فیکم از آنها زن گرفتن. و اما برای آنها داده می شود، دخترهای مسلمان را نداده نمی شود. از آنها زن گرفته می شود اما داده به آنها نمی شود. کفر اکبر است. هر کسی که دخترش دیده و دانسته به بینماز کافر میتد، خودش کافر میکنه. یا که دیده و دانسته به یک نصرانی دخترش میتد، خودش کافر میشه. برای اینکه حلال الله را حرام شمرده است، به این خاطر کافر میشه.
نصرانیایی که مثلا نصرانیایی که آذری هستن مقصد داخل جنت نمیشه. اخی محمد صحبت که نه داخل جنت نمیشه و آنها مشرکین است. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دقیقه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خالد نظر کن یک چند مسئله شده اینجا. اولا الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید که ان الذين كفروا من اهل الكتاب، کسانی که کافر شدن از اهل کتاب، ان الذين كفروا من اهل الكتاب في نار جهنم خالدین فيها اولئک هم شر البریه. اینها در جهنم ابدالآباد هستند و آنها بدترین انسان هستند. و الله سبحانه و تعالی در دیگر جا میفرماید که لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. به تحقیق کافر شدن کسانی که گفتند که یعنی الله این سه تا است. مثلا جبرئیل مقدس میگویند اونها، بعد مادر مقدس میگویند یعنی مریم علیه السلام، و همچنین عیسی علیه السلام، یعنی سه اله میگویند اونها. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی اونها رو تکفیر کرد، اونها رو کافر خواند و همچنین در دیگر جا گفت که و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله، یعنی که یهودی ها عزیر فرزند الله گرفتند و نصرانی ها هم عیسی را فرزند الله گرفتند، سبب شرک و کفر اونها. یعنی از یک جانب اله گرفتند، از یک جانب الله گفتن این فرزند الله هست. خلاصه چندین از چند جانب مشرک هستند، اونها کافر هستند. و همچنین بعد از عیسی علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که میگفتند که لا اله الا الله عیسی رسول الله، یعنی که لا اله الا الله عیسی رسول الله، چخیلی که ما میگوییم که لا اله الا الله محمد رسول الله. در زمان دیگر پیغمبر هم همچنین شهادت همش یک شهادت است. و در زمان ما کمی مشابهت با اونها چی است؟ مثلا صوفی ها ملایانی که هم پیشوای خدا شیخای خدا میگوید که این یعنی بعضی صفات های الهی را دارد. انمین فعلی نصرانی های مشرکین است که به انسان ها با انمون شیخ های خود به مثل عیسی علیه السلام، اونها عیسی علیه السلام به درجه الهی وای کردن، گفتن این انسان است. یعنی این انسان حقیقی نیست، انسانی هست که الله به شکل همین در آمدگی است. اعوذ بالله. یعنی شرک الحلول میگون، یعنی حلول کرده است. امروزه صوفی ها حتی از نصرانی ها دم گمراه تر شده هستند، حتی از شیطان دم گمراه هستند که شیطان خالق خود الله دانست، اینا خالق خود یک انسان دانستند. تصرف کردن به یک انسان سپاریدند، به همون استاد و به همون پیر خودشون. به همین خاطر امروزینه حالت امت هم به مثل اون نصرانی های پیشینه هست. و همچنین در دوام بعد عیسی علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از نصارایی که الله را یگانه عبادت میکردند اونها رو مشرکین قتل میکردند، اونها رو در انمون خاچمون کریست چیکار میکردن؟ آویزون میکردن، همونجا تا مردن شدن در همونجا کشارشون میکردن. و تا زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اومدن کسانیش که از اونها یعنی عیسی علیه السلام همچون پیغمبر و الله یگانه عبادت کردن مسلمان هستن، در همون زمان اگر مردن داخل جنت هستن، اونها جنتی. و کسانیش که به الله شرک آوردن، عیسی را فرزند الله گفتن، الله سه تا است گفتن، یا عیسی را مقصد این
الله به شکل آدم اومدگی است گفته شرک ورزیدن، اونهاش البته که مشرک هستند. انا بعدی مسئله که بعدی که مثلا از اونها زن گرفتن درست است نادرست است، بله الله سبحانه و تعالی در قرآن در این باره والمحسنات الذين اوتوا الكتاب شیخ ابو یوسف والمحسنات الذين اوتوا الكتاب خلاصه زنهای پاکدامن، نگاه کنید زنهای پاکدامن از اهل کتاب، نه زنهای مثلا فاحشه ها و زیناکارش. حتی زن زیناکاری مسلمان حتی الزانی لا ینکحو الا الزانیه، یعنی که زن زیناکاری مسلمان رو هم حتی انسانی پاک گرفته نمیتونه، برای که زیناکار باید زیناکار بگیرد. و همچنین از یعنی که از اهل کتاب هم همچنین هست، چطوری که الله سبحانه و تعالی و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم و طعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، یعنی که پاک زنهای پاک دامنی مؤمنه و زنهای پاک دامن از اهل کتاب. پاک دامنیش یعنی شرط پاک دامنیش قطعی. به همین خاطر انا میگم اگر پاک دامن باشد فاحشه نباشه، اگر بله میش مثلا یک شوهر کرد از شوهرش جدا شد به همون نکاح خودشون، یعنی